خاطرات و تعلمات دکتر محمد مصدق، گوینده نسیم، تولید و پخش فایل صوتی کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com 8. زندان لشکر 2 زرهی مرکز 20 فروردین ماه 1335 برای ضبط در پرونده. موضوع: اعلامی جرم راجع به نقض اصل 78 متمم قانون اساسی و ماده 451 و 452 اصول محاکمات جزایی. جناب آقای هیئت رئیس دیوان عالی کشور، روزنامه کیهان مورخ 9 فروردین ماه 35 صفحه 11 می نویسد: امروز آقای هیئت رئیس دیوان کشور گفتند آقای دکتر مصدق نامه‌ای برای این جانب و نامه دیگری برای دادستان کل فرستاده و به رأی اخیر شعبه 9 دیوان کشور که پس از رسیدگی به پرونده ایشان صادر نموده اعتراض کرده و ضمن آن نوشته شده که دیوان کشور بایستی با حضور متداعیان رسیدگی نموده و رأی صادر نماید و چون هنگام صدور رأی از وی دعوت نشده لذا رأی مزبور قابل اعتراض است، در حالی که این نظریه و استناد صحیح نیست و نه تنها در دیوان تمیز ایران بلکه در دیوان تمیز هیچ یک از کشورهای دیگر اینطور که مدعی شده است نیست. یعنی رویه این است که تمیز بدون حضور متداعیان رسیدگی کرده و رأی صادر می نماید و برای ما نیز همین رویه مناط است و از ابتدای تشکیل دیوان کشور همین رویه متداول بوده و هست و عدول از آن صحیح نبوده و نیست. این بود آنچه روزنامه مزبور در شماره 3834 خود منتشر نموده است و از این بیانات البته آن جناب 2 نظریه داشته‌اند. یکی این بوده که حکم دادگاه پس از رسیدگی به پرونده صادر شده و دیگر این که دیوان تمیز حتی در هیچ کشور متداعیان را برای رسیدگی احضار نمی کند که برای رفع سوء تفاهم از آن جناب و از دادگاه به عرض توضیحات زیر مبادرت می نمایم. 1. راجع به صدور حکم بعد از رسیدگی به پرونده کافی است که عرض کنم طبق اصل 78 متمم قانون اساسی احکام صادر از محاکم باید مدلل و موجه و محتوای فصول قانونیه‌ای که بر طبق آنها حکم صادر شده است بوده و علنا قرائت شود. بنابراین دادگاه مکلف است ادله و براهین خود را در حکم ذکر کند. پس چه شد که حتی یک کلام راجع به مطالبی چند که این جانب در لایحه فرجامی خود روی چند اصل از اصول قانون اساسی در خصوص عدم صلاحیت دادگاه نوشته‌ام جوابی نداد و آنها را ندیده گرفت و کوچکترین دلیلی هم برای صلاحیت دادگاه نظامی اقامه نکرد و فقط به ذکر یک جمله محقر و مبتذل قناعت نمود و رأی خود را بدین طریق صادر کرد. هیئت شعبه در تاریخ 12 اسفند 1334 با حضور آقای انصاری دادیار دیوان کشور تشکیل و پس از قرائت گزارش آقای عقیلی و ملاحظه اوراق مربوطه و کسب عقیده آقای انصاری دادیار دیوان کشور از طرف جناب آقای دادستان کل برابر حکم فرجام خواسته بود، مشاوره چنان رأی می‌دهد: با ملاحظه جمیع جهات و نظر به اوضاع و احوال خصوصی مورد اعتراضات فرجامی مؤثر به نظر نرسید و حکم صادر ابرام می شود. اعضا و هیئت حاکمه مهر دیوان کشور. نقل از روزنامه کیهان مورخ 26 اسفند ماه 1334. چنانچه غیر از این است آن جناب بفرمایید چرا اصل 78 متمم قانون اساسی را نقض کرده و در یک موضوع مهم و حیاتی مملکت سکوت اختیار نموده اند و موضوع قابل توجه این است که دیوان عالی کشور حتی یک حکم دادگاه نظامی را تاکنون ابرام ننموده و این اولین حکمی است که شعبه 9 از فرط ایمان به آزادی و استقلال مملکت آن هم بر طبق رویه قضایی ابرام کرده و مورد تایید آن جناب هم واقع شده است. احسنت. بر فرض اینکه اصل 78 متمم در قانون اساسی نبود و وضع نشده بود، وقتی یک دادگاه مستقل و مسئول از هر تعرض روی یک قضیه حیاتی می‌خواست رأی بدهد، یعنی قانون اساسی را نقض کند و از ملت ایران سلب آزادی نماید و تمام فداکاری‌های ملت را در عرض 50 سال اخیر از بین ببرد، میبایست دلایل خود را در حکم ذکر نموده باشد تا نتوانند به هیچ یک از اعضای آن کوچکترین نسبتی بدهند و یا آنها را در مزان تهمت بگذارند. 3. و اما اینکه فرموده اید دیوان تمیز در هیچ کشور با حضور متداعیان رسیدگی نمی کند و رویه این است که تمیز بدون حضور متداعیان رسیدگی کرده رأی صادر می نماید، باید عرض کنم که بیانات آن جناب مخالف یک اصل کلی و نص صریح اصل 76 متمم قانون اساسی است که می گوید
انعقاد کلیه محاکمات علنی است مگر اینکه علنی بودن آن مخل نظم یا منافی عصمت باشد که در این صورت لزوم اخفا را محکمه اعلام می‌نماید. بنابراین هیچ دادگاهی از اولین ساعت تشکیل آن هم برای همیشه نمی‌تواند مخفیانه تشکیل شود و در اصل 78 سابق الذکر نیز قید شده است که دادگاه باید حکم خود را علنا قرائت کند و قرائت علنی هم در جلسه‌ای که متداعیان حضور ندارند بی‌مورد است. طبق اطلاعات این جانب در کشور سوئیس چنین رویه‌ای معمول نیست و تردید ندارم که در فرانسه که قوانین ما از قوانین آن کشور اقتباس شده و حتی در همه جا دادگاه علنی است. اکنون قریب 2 سال است که کار این جانب در آن دیوان معلوم نشده. چندی هم روی همه. این جانب حاضرم که از دیوان کشور فرانسه و بلژیک اسنادی گرفته و ارائه دهم که در آنجا متداعیان به دیوان کشور احضار می‌شوند. خوب است آن جناب از اشخاص مطلع تحقیق فرمایند. چنانچه رفع اشتباه نشد مرقوم فرمایند که اسناد لازم را این جانب تهیه نمایم. و اما اینکه فرموده اید برای ما نیز همین رویه مناط است و عدول از آن صحیح نبوده و نیست، عرض می کنم چقدر جای خوشبختی است که آن جناب از علوم قدیمه و جدید هر دو بهره کافی دارید و می دانید که در فقه اسلامی هیچ مجتهدی جامع تمام شرایط هم نمی تواند در قبال یکی از مدارک ثلاثه یعنی قرآن و سنت و اجماع فتوایی بدهد و آنها را بی اثر کند. در لایحه مورخ 21 بهمن 34 نیز به استحضار رسانیده‌ام که هر کجا وقتی 2 قانون حکم خاصی دارند قانونی که در نفع متهم است اجرا می‌کنند و اکنون آن جناب حقی را که قانون به این جانب داده است نه به عنوان یک قانون بلکه به عنوان یک رویه قضایی می‌خواهد از این جانب سلب نمایید. چون که طبق ماده 452 اصول محاکمات جزایی متداعیان باید برای رسیدگی احضار شوند. این جانب احضار نشده‌ام و نیز طبق ماده 451 متداعیان یا وکلای آنان باید قبل از صدور رأی عقیده خود را اظهار کنند. سپس دادگاه رأی بدهد. این کار هم نشده و طبق ماده 453 که این جانب حق اعتراض دارم اعتراض خود را داده‌ام. از عرض این عرایض مقصود این نیست که این جانب از خود سلب افتخار کنم چون که محکومیت روی اوضاع و احوال خصوصی مظلومیتم را ثابت نمود و برای من که در راه وطن عزیزم میخواهم کشته شوم پله اول افتخار است، بلکه مقصود اجرای قانون و گفتن حقایقی برای ضبط در تاریخ و در نفع ملت ایران است. به طور خلاصه قانون در نفع اجتماع و افراد وضع می شود و مادام که نسخ نشده اجتماع یا فردی از افراد می تواند اجرای آن را بخواهد و هیچ دادگاهی هم به استناد رویه قضایی هر قدر هم که مقوی و لذیذ باشد نمی تواند صاحبان حق را از آنچه قانون به آنها داده است محروم کند. تا قانون وجود دارد محترم است و هر وقت هم که با مقتضیات مطابقت نکند باید آن را نسخ نمود و یا اصلاح کرد. دکتر محمد مصدق. 9. وزارت جنگ دادستانی ارتش شماره 3405 دال مورخ 22/1/35 آقای دکتر محمد مصدق. 1. رأی مورخ 22/1333 دادگاه تجدید نظر نظامی وقایع 25 الی 28 مرداد 32 که به موجب آن اعمال و افعال شما از ساعت 1 روز 25 الی 28 مرداد 32 منطبق با ماده 317 قانون دادرسی و کیفر ارتش تشخیص داده شده و با رعایت ماده 64 قانون کیفر عمومی به 3 سال حبس مجرد محکوم شده اید. به موجب دادنامه شماره 3706 تاریخ 22 اسفند 34 شعبه 9 دیوان عالی کشور ابرام گردیده و در نتیجه محکومیت شما به 3 سال زندان مجرد قطعی گردیده است. 2. رأی شعبه 9 دیوان عالی کشور که به اتفاق آرا صادر گردیده و هیئت رسیدگی مرکب از آقای فرحت رئیس شعبه، آقای شجیعی مستشار و آقای عقیلی مستشار بودند. با توجه به موضوع اتهام و جریان دادرسی دادگاه نظامی و دلایل فرجام‌خواهی شما و آقایان وکلا مدافع به شرح زیر است. هیئت شعبه در تاریخ 12 اسفند ماه 1334 با حضور آقای انصاری دادیار دیوان کشور تشکیل و پس از قرائت گزارش آقای عقیلی و ملاحظه اوراق مربوط و کسب عقیده آقای انصاری دادیار دیوان کشور از طرف جناب آقای دادستان کل که بر ابرام حکم فرجام خواسته بود و مشاوره چنین رأی می‌دهد: با ملاحظه جمیع جهات و نظر به اوضاع و احوال خصوصی مورد اعتراضات فرجامی مؤثر به نظر نرسید و حکم صادر ابرام می شود. دادستان ارتش سرلشکر آزموده
10. وزارت جنگ دادستانی ارتش شماره 3411 دال 25 فروردین 35 آقای دکتر محمد مصدق پاسخنامه مورخ 24 فروردین ماه 1335 رسیدگی به پروندگی شما در دیوان کشور خاتمه یافته است و دیگر آقای شهیدزاده سمتی ندارد تا رونوشت نامه‌ای که قبلا جهت جناب آقای هیئت رئیس دیوان عالی کشور ارسال داشته اید و عنوان آن اعلام جرم راجع به نقض اصل 78 متمم قانون اساسی و ماده 451 و 452 اصول محاکمات جزایی می باشد جهت آقای شهیدزاده فرستاده شود. بدین مناسبت رونوشت مزبور عیناً مسترد می شود. دادستان ارتش سرلشکر آزموده. 11. زندان لشکر 2 زرهی مرکز 17 اردیبهشت ماه 1335 جناب آقای اخوی وزیر دادگستری روزنامه کیهان شماره 3862 مورخ 15 جاری راجع به اعلام جرم این جانب بر علیه آقای مستشاران دیوان عالی کشور که برخلاف ماده 451 و 452 اصول محاکمات جزایی حق دفاع را در دادگاه از این جانب سلب کرده و حکم دادگاه تجدید نظر نظامی را ابرام نموده اند، خبری زیر عنوان دادگاه عالی انتظامی نیز اعتراض دکتر مصدق را رد کرد در صفحه 11 منتشر نموده که برای استحضار آن جناب عیناً نقل می شود. یک مقام قضایی در وزارت دادگستری به خبرنگار ما اظهار داشت در تعقیب اعتراضی که آقای دکتر مصدق چندی قبل برای شعبه 9 دیوان کشور نمود، اخیراً اعلام جرمی علیه قضات برای رئیس دیوان کشور و دادستان کل ارسال داشت. رئیس دیوان کشور اعلام جرم مزبور را برای رسیدگی به دادگاه عالی انتظامی قضات احاله کرد. این است که تمنا می‌کنم اگر خبر فوق مطابق با واقع نیست آن را تکذیب فرمایند و الا متن کامل نامه مورخ 20 اسفند ماه 34 این جانب در خصوص اعتراض به حکم غیابی و همچنین نامه مورخ 20 فروردین ماه 35 این جانب راجع به اعلام جرم بر علیه رأی دهندگان به حکم غیابی به جناب آقای هیئت رئیس دیوان عالی کشور که رونوشت آنها برای استحضار آن جناب ارسال شده با متن کامل رأی دادگاه عالی انتظامی قضات مربوط به اینکه اعلام جرم وارد نیست در جراید منتشر شود تا مردم همه بخوانند و قضاوت نمایند. انتشار این اسناد نه مخالف امنیت کشور است نه مخالف رویه دادگستری، بلکه حفظ مقام و حیثیت دادگستری چنین ایجاب می‌کند که مثل همه جا شکایت محکوم و رأی دادگاه منتشر شود تا عامه مردم به بی‌غرضی و صحت اعمال دادگستری پی ببرند و بر معتقدات و ایمان خود به آن دستگاه بیفزایند. امتناع از قبول درخواست یک مظلوم که عنقریب 3 سال است در ازای خدمت به مملکت و در منافع سیاست بیگانه زندانی است، آن هم از طرف یک وزیری که عضو دولت مبارزه با فساد است، در حکم اعلان ورشکستگی دادگستری است. اگر رأی دادگاه عالی انتظامی طبق قانون صادر شده، چرا اعتراض این جانب را به حکم غیابی دادگاه و اعلام جرم این جانب را بر علیه رأی دهندگان مردم نخوانند و ندانند و چنانچه طبق قانون صادر نشده، چرا دولتی که یگانه ماده برنامه اش مبارزه با فساد است در صدد اصلاح دادگستری بر نیاید؟ جناب آقای اخوی، شما که مثل بعضی احتیاج به مقام و پول ندارید و از پدر خود مالی به ارث برده و می توانید در تمام مدت عمر از این احتیاجات مستغنا باشید، راضی نشوید دادگستری ایران که نتیجه نیم قرن مشروطیت ما و زحمات بعضی از رجال علاقمند به مملکت و خیرخواه است، بیش از این حیثیات خود را از دست بدهد؟ از عرض این مطالب نظر شخصی ندارم، چون که افتخارم در این است در زندان بمانم و از زندان به قبرستان انتقالم دهند. بیش از این مصدق نمی‌شوم و خوشوقتم از اینکه در شرایط فعلی هر کار میتوان کرد جز اینکه تاریخ را نمیتوان تحریف نمود و یا تغییر داد. عند الامتحان یکرم المرء او یهان. دکتر محمد مصدق. 12. زندان لشکر 2 زرهی مرکز 27 خرداد ماه 1335 جناب آقای گلشاییان وزیر دادگستری. 1. با ارسال پروندگی فرجام خود که قرائت آن ساعتی از اوقات آن جناب را خواهد گرفت، لازم نیست از ابتدا شروع کنم. این است که مطلب خود را از آنجا آغاز می کنم که روز پنجشنبه 19 اسفند ماه 34 رادیو تهران رأی شعبه 9 دیوان عالی کشور را مبنی بر ابرام حکم دادگاه تجدید نظر نظامی و محکومیت این جانب منتشر نمود و این جانب هم از نظر اینکه حکم را ابلاغ نکنند و انتشار در رادیو تهران را که یک مؤسسه دولتی است در حکم ابلاغ قرار داده و به این طریق حق اعتراضم را ساقط نمایند.
اعتراض خود را به رأی دادگاه طبق آنچه در روزنامه‌ها منتشر شده بود تنظیم و 21 اسفند، یعنی 3 روز بعد از انتشار این خبر، تسلیم دادستانی ارتش نمودم که مدتی در حدود 1 ماه گذشت و خبری از آن نشد. سپس دادنامه را که تاریخ صدور آن 22 اسفند است، دیوان کشور به وسیله دادستانی ارتش به این جانب ابلاغ کرد که رونوشت نامه شماره 3405 دال مورخ 22 فروردین 35 دادستانی ارتش جزو پرونده است و این خود میرساند که جریان کار این محاکمه در آن دیوان از صورت عادی خارج بوده است. اگر دادنامه محتاج به ابلاغ نبود، چه پیش آمد که ابلاغ شد و چنانچه میبایست ابلاغ شود چرا این کار به وقت نشد و 1 ماه بعد انجام گرفت؟ 2. از سرنوشت اعتراض خود به حکم غیابی نیز به وسیله 1 مقام مطلع و مجهولی مستحضر شدم که روزنامه اطلاعات در شماره 8970 مورخ 19 فروردین ماه 35 زیر عنوان نامه اعتراضیه دکتر مصدق بایگانی شد نگاشت. 1 مقام مطلع در دیوان عالی کشور امروز به خبرنگار ما اظهار داشت نامه اعتراضیه‌ای که چندی قبل دکتر مصدق به عنوان آقای هیئت رئیس دیوان عالی کشور ارسال داشته بود به واسطه وارد نبودن اعتراض در دفتر دیوان کشور بایگانی گردید. چون نتوانستم تحمل این رویه خلاف قانون را بکنم، آن هم از ناحیه 1 مقامی که خود ناظر اجرای قانون و حافظ قانون است، اعلام جرمی بر علیه قضات رأی دهنده تنظیم کردم و آن را 20 فروردین ماه 35 تسلیم دادستانی ارتش نمودم که باز آن شخص مطلع و مجهول نخواست مستقیما اظهاری بکند و رد آن را به وسیله روزنامه کیهان شماره 3862 مورخ 15 اردیبهشت ماه 35 زیر عنوان دادگاه عالی انتظامی نیز اعتراض دکتر مصدق را رد کرد به این جانب اعلام نمود که ناچار شدم از جناب آقای اخوی وزیر دادگستری طی نامه مورخ 17 اردیبهشت 35 تقاضا کنم موضوع را مورد توجه قرار بدهند. چنانچه از دادگاه عالی انتظامی قضات رأی بر رد آن صادر شده باشد مانع نشوند که متن کامل آن و همچنین متن کامل اعتراض به حکم غیابی و اعلام جرم این جانب در جراید منتشر گردد تا عامه بدانند مدار کار در دادگستری از چه قرار است و الا خبر روزنامه کیهان را تکذیب نمایند که به این نامه جوابی نرسید و مدتی نگذشت که در بعضی از جراید منتشر شد. وزیر از جریان کار دادگستری ناراضی است و می‌خواهد از کار کنار برود. سپس روزنامه اطلاعات در شماره 9011 مورخی جمعه 11 خرداد نوشت: به قرار اطلاع آقای اخوی تا کنون چندین بار اظهار تمایل به کناره‌گیری نموده و حتی استعفای خود را نیز تقدیم داشته است. ولی از ایشان تقاضا شد که تا استعفای کابینه و تشکیل دولت جدید وزارت دادگستری را تصدی نماید. 3. خلاصه اینکه سلف آن جناب یا نخواست مثل بعضی دادگستری ایران را بدنام و رسوا کند و یا نتوانست، یعنی قضات دادگاه عالی انتظامی از استقلال و مسئولیت خود استفاده کرده شخصیت خود را حفظ نمودند و الحق هم چه کار صحیحی کرده اند، چون که این استقلال و مسئولیت برای یک چنین روزهایی به قضات داده شده است و یا هر دو، یعنی هم قضات مردان شرافتمندی هستند که نخواستند زیر بار نفوذ اجنبی بروند و هم وزیر نخواست برای چند روز تصدی وزارت حکمی از یک دادگاه مهم دادگستری برخلاف قانون و مصالح مملکت صادر شود و مثل بعضی از آن دفاع کند و خود را بدنام نماید. مگر من در دادگاه چه می گفتم که بیاناتم تا این حد ایجاد وحشت کرده است و در اینجا این سوال پیش می آید که ایجاد چنین وضعیتی در مصالح ایران است یا در منافع بیگانگان؟ 4. اکنون نوبت آن جناب است که به این کار خاتمه دهید و این جانب هم چیزی غیر از آنچه سلف شما خواسته ام تقاضا ندارم و یک بیگناهی هم که انقریب 3 سال است به دستور سیاست خارجی و بر علیه مصالح مملکت در حبس مجرد به سر میبرد باید بتواند از یک هموطن خود و یک وزیر ایرانی دادگستری یک تقاضای ناچیزی را بکند که این است: اگر خبر روزنامه کیهان صحیح است و دادگاه عالی انتظامی قضات قبل از 15 اردیبهشت 35 اعلام جرم را وارد ندانسته و آن را رد کرده است برای اینکه دیگر مزاحم کسی نشوم و از این دستگاه به کلی مأیوس شوم، متن آن را به این جانب ابلاغ کنند و اجازه فرمایید طبق معمول تمام دادگستری‌های ممالک مترقی در این مملکت مشروطه هم مانع نشوند و بگذارند جراید متن رأی دادگاه و متن اعتراض و اعلام جرم این جانب را منتشر کنند تا مردم آنها را بخوانند و بر ایمان خود نسبت به این دستگاه بیفزایند.
و الا این کار خلاف قانون و خلاف مصالح مملکت است. هر قدر بیشتر تقویت بشود و حکمی که بر خلاف نص صریح اصل 76 متمم قانون اساسی و ماده 150 قانون مجازات عمومی روی اوضاع و احوال خصوصی صادر شده باقی بماند، گذشته از اینکه به قوه قضاییه مملکت لطمه وارد می‌کند، برای ملت ایران هم در مجامع بین‌المللی حیثیتی باقی نمی‌گذارد. بنابراین حفظ استقلال قوه قضایی و حیثیت ملت ایران چنین ایجاب می‌کند که طبق قانون این جانب احضار شوم و پس از دفاع از خود دادگاه هر طور خواست رأی خود را بدهد و اشتباه نکنید اگر ملتی حیثیت خود را از دست بدهد، وزیر مملکت هم ارزش و حیثیتی نخواهد داشت. البته تصور نخواهید فرمود که این تقاضا صرفاً از نظر شخص خود این جانب است، چون که 3 سال مدت حبس خود را تحمل کرده ام و از محکومیت در این دادگاه هم که در نتیجه خدمت به مملکت نصیبم شده است افتخار بزرگی تحصیل نموده ام که هرگز نمیخواهم آن را از دست بدهم و بعد هم هرچه به سرم بیاید روی همین اصل است و با کمال خوشبختی آن را قبول میکنم، بلکه از نظر اجرای قانون و مصالح کشور است. حال آن جناب با این نظریه چقدر موافق باشید مطلبی است که بعد روشن می شود و تاریخ قضاوت خواهد کرد. دکتر محمد مصدق، به پیوست 33 برگ پرونده فرجامی. 13. زندان لشکر 2 زرهی مرکز، 27 خرداد ماه 1335. جناب آقای رضا تجدد، سرپرست دیوان عالی کشور، از این نظر که تمام مکاتبات این جانب به بایگانی آن دیوان وارد نشده، پرونده فرجامی خود را بالتمام تقدیم می کنم و با ارسال آن زائد است جریان فرجام خود را شرح دهم. امیدوارم ساعتی از اوقات خود را صرف مطالعه آن بفرمایید و از جریان کار این جانب در آن دیوان مستحضر گردید و توجه فرمایند لکه ننگی را که به دادگستری ایران وارد کرده اند در نتیجه اجرای قانون پاک شود. دکتر محمد مصدق، به پیوست 38 برگ پرونده فرجامی. 14. وزارت جنگ، شماره 3442 دال، 2 تیر ماه 35. آقای دکتر محمد مصدق، رونوشت تصمیم دادگاه عالی انتظامی راجع به اعلام جرم شما بر علیه هیئت مستشاران شعبه 9 دیوان عالی کشور به پیوست ابلاغ می شود. دادستان ارتش سرلشکر آزموده. 15. رونوشت وزارت دادگستری دادگاه عالی انتظامی، عنوان لایحه شکواییه آقای دکتر مصدق، اعلام جرم موضوع نقض اصل 78 متمم قانون اساسی و مواد اصول محاکمات جزایی است. خطاب آن به ریاست دیوان عالی کشور می باشد به مناسبت شرحی که در روزنامه کیهان از قول رئیس دیوان مزبور نقل کرده است و مطالب مندرج در لایحه از قبیل خروج از بی‌طرفی و غیره نیز می‌رساند که مقصود نویسنده لایحه اعلام جرم است، نه شکایت انتظامی، و به موجب لایحه قانونی مصوب 14/1233 دادگاه عالی انتظامی به تخلفات منتسبه به قضات بدون شکایت اشخاص ذی‌نفع تجویز نگردیده است. بنابراین رسیدگی به موضوع لایحه که اعلام جرم است در حدود صلاحیت دادگاه عالی انتظامی نمی باشد. رونوشت برابر اصل و اداری است. امضا لا یقرأ، مهر دیوان کشور. دیوان کشور 1317. 16. زندان لشکر 2 زرهی مرکز، 5 تیر ماه 1335. دیوان عالی کشور، رونوشت تصمیم دادگاه عالی انتظامی توسط دادستانی ارتش عز وصول ارزانی بخشید. علت عدم تقدیم شکایت به دادگاه عالی انتظامی نبودن قانون در دسترس و مخصوصاً بی اطلاعی این جانب از تصویب لایحه قانونی مصوب 14 اسفند ماه 1333 بوده که از 20 فروردین 35 که لایحه خود را به عنوان جناب آقای هیئت فرستاده ام هیچ اطلاعی به این جانب نرسید مگر همان خبری که روزنامه کیهان در شماره 3862 مورخ 15 اردیبهشت 35 از طرف آن شخص مطلع و مجهول منتشر نمود و این جانب تاکنون در زندان بلا تکلیف به سر بردم. اکنون طبق ماده 186 قانون دادرسی و کیفر ارتش وکیل متهم از ابتدای جریان دادرسی میتواند با آزادی با او ملاقات و مذاکره نماید. درخواست میکنم که بیش از این از حقی که قانون به هر متهمی داده است محروم نشوم و از ملاقات با وکلای خود ممانعت نکنند تا بر طبق مقررات قانونی در احقاق حق خود عمل کنم. دکتر محمد مصدق. 17. زندان لشکر 2 زرهی مرکز، 6 تیر ماه 1335. دیوان عالی کشور. در تعقیب نامه روز قبل این جانب بیش از 3 جلسه که فاصله هر یک از آنها را با هم خود این جانب تعیین کند به ملاقات وکلای خود احتیاج ندارد، چنانچه بعد لزوم پیدا کرد درخواست اجازه خواهد نمود. دکتر محمد مصدق.
18. وزارت دادگستری، تاریخ 12 تیر ماه 1335، شماره 13834. آقای دکتر محمد مصدق با اعلام وصول نامه‌های زیر: 1. نامه مورخی 27 خرداد 35 محتوی 35 برگ. 2. نامه مورخ 5 تیر ماه 35. 3. نامه مورخ 6 تیر ماه 35. جواباً اشعار می‌دارد. اولاً با توجه و دقت به نامه اول و محتویات آن، چنانچه خود جناب عالی از مبادی و اصول دادگستری استحضار دارید، رئیس دیوان عالی کشور جز در شعبه 1 که ریاست قضایی آن را دارند، در هیچ یک از شعب دیگر دیوان عالی کشور مداخله نداشته و نمیتواند نسبت به پرونده‌های جاری در آن شعب از جزایی و یا حقوقی نظری داشته باشند و شعب دیوان عالی کشور در ابداع نظر قضایی کاملا مستقل بوده. نه کسی میتواند بر آنها فکری را تحمیل نماید و نه آنها پیروی از نظریات کسانی که صلاحیت مداخله را ندارند مینمایند. پرونده جناب عالی با همان کیفیاتی که مستحضر هستید در شعبه 9 خاتمه پیدا کرده است. 2. نامه مورخ 35 از طرف مقام ریاست دیوان عالی کشور به دادگاه عالی انتظامی ارسال و دادگاه مزبور تصمیمی نسبت به آن نامه اتخاذ نمود که صورت آن تیک شماره 5076 مورخ 15 اردیبهشت 35 به استحضار جناب عالی رسید و عین نامه جناب عالی را هم تیک شماره 222 9 اردیبهشت 35 به دفتر دیوان عالی کشور عهدت داده‌اند. 3. چون هم در نامه تیر ماه 35 و هم در نامه ششم تیر ماه 35 خواستار ملاقات با وکلای خود شده اید، در این مورد به دادستانی ارتش طی شماره 13821 مورخ 12 تیر ماه 35 اعلام گردید که از لحاظ قضایی هیچ مانعی برای ملاقات جناب عالی با وکلای خودتان و همچنین اشخاص دیگر موجود نیست. قائم مقام رئیس دیوان عالی کشور رضا تجدد. 19. وزارت دادگستری، اداره دفتر کل وزارتی، تاریخ 19 تیر ماه 1335، شماره 13902. آقای دکتر محمد مصدق. عطف به نامه‌ای که به تاریخ 27 خرداد ماه 1335 به عنوان این جانب ارسال داشته اید اشعار می‌دارد چون وزارت دادگستری در کار محاکم مداخله ندارد، می‌تواند در حدود قانون مستقیما مطالب خود را به مراجع مربوطه اظهار نمایید که مورد اقدام قانونی واقع شود و راجع به اعلام جرم هم برای استحضار از نظر دادگاه عالی انتظامی ممکن است به دفتر دادگاه مزبور مراجعه نمایید تا از نتیجه مستحضر شوید. وزیر دادگستری گلشاییان. 20. زندان لشکر 2 زرهی، مرکز 19 تیر ماه 1335. تیمسار سرلشکر آزموده دادستان ارتش. 28 خرداد گذشته نامه‌ای به عنوان جناب آقای گلشاییان وزیر دادگستری به دادستانی فرستاده‌ام که رسید آن نزد این جانب ضبط است. نظر به اینکه جناب آقای وزیر دادگستری در جواب خبرنگار کیهان بیاناتی فرموده‌اند که از صفحه 13 جریده مزبور شماره 3915 مورخ 17 تیر ماه عیناً نقل می‌شود. ضمناً خبرنگار ما امروز از آقای گلشاییان سوال کرده آیا راست است که آقای دکتر مصدق نامه‌ای برای شما ارسال داشته و در مورد وضع پرونده خود مطالبی نوشته؟ وزیر دادگستری گفت این شایعه صحیح نیست و من چنین نامه‌ای دریافت نکرده‌ام. این است که تمنا می‌کنم اگر نامه ارسال نشده آن را اعاده فرمایید که دیگر زحمت تحریر به خود ندهم و با هرچه بر من می‌گذرد بسازم و چنانچه ارسال شده مرقوم فرمایید که آن را برای جناب آقای وزیر دادگستری نفرستم و مطالبه جواب نمایم. دکتر محمد مصدق. پیوست رونوشت نامه این جانب به جناب آقای گلشاییان برای ضبط در پرونده آن دادستانی. 21. زندان لشکر 2 زرهی، مرکز 31 تیر ماه 1335. تیمسار سرلشکر آزموده دادستان ارتش. نامه شماره 13902 15 تیر ماه 35 جناب آقای گلشاییان وزیر دادگستری و نامه شماره 13834 12 تیر ماه 35 جناب آقای رضا تجدد قائم مقام رئیس دیوان عالی کشور قبل از ظهر 30 تیر ماه به این جانب رسید و معلوم نیست چه چیز سبب شده که اولی 10 روز و دومی 17 روز در دادستانی ارتش بماند. جناب آقای وزیر دادگستری نوشتند که در حدود قانون مطالب خود را به مراجع مربوطه اظهار کنم و جناب آقای تجدد هم اشاره به نامه‌ای نمودند که آن را به ضمیمه رونوشت دادگاه عالی انتظامی دیوان عالی کشور تحت شماره 5076 15 اردیبهشت 35 به دادستانی ارتش فرستاده است. ولی آن دادستانی فقط همان رونوشت را بعد از 50 روز فاصله یعنی در 2 تیر ماه 35
طی شماره 3442 دال برای این جانب ارسال نموده و مزیتی را که ارتش شاهنشاهی نسبت به سایر تشکیلات مملکتی دارد در مورد این جانب از دست داده است. چون که نامه ای نیست که در هیچ یک از ادارات ارتشی ظرف 48 ساعت در آن اقدامی نشود و بلا تکلیف بماند. از عرض این مطالب که تأسف آور است خجالت می‌کشم و نظر به اینکه جناب آقای تجدد در نامه فوق اشاره نموده‌اند به دادستانی ارتش طی شماره 13821 12 تیر ماه 35 اعلام گردید که از لحاظ قضایی هیچ مانعی برای ملاقات این جانب با وکلا و همچنین اشخاص دیگر موجود نیست، ولی اکنون 18 روز است که این نامه در آن دادستانی بلا اقدام مانده است و همچنین ماده 186 قانون دادرسی و کیفر ارتش که به استناد همین قانون تیمسار این جانب را تحت اقتدار و تسلط خود قرار داده اید، مصرح است که وکیل مدافع متهم از ابتدای جریان دادرسی میتواند با آزادی با او ملاقات و مذاکره نماید و نیز ماده 467 اصول محاکمات جزایی که به این جانب حق درخواست تجدید نظر داده است که در موقع خواهم نمود دیگر معلوم نیست که دادستانی ارتش روی چه نظر آن هم به استناد یک حکم قلابی که روی اوضاع و احوال خصوصی صادر شده و کمتر کسی است در دادگستری که از جریان کار این دادگاه و مسافرت بعضی به خارج مطلع نباشد کار این جانب را در دادگستری خاتمه یافته تلقی نموده و مانع ملاقات وکلا با این جانب شده اید و حتی از ارسال نامه این جانب هم برای یکی از وکلای خود جلوگیری فرموده و در نامه شماره 3411 دال مورخ 25 فروردین 35 به این جانب مرقوم فرموده اید رسیدگی به پرونده شما در دیوان کشور خاتمه یافته است و دیگر آقای شهیدزاده سمتی ندارند تا رونوشت نامه‌ای که قبلا جهت جناب آقای هیئت رئیس دیوان عالی کشور ارسال داشته اید و عنوان آن اعلام جرم راجع به نقض اصل 78 متمم قانون اساسی و ماده 451 و 452 اصول محاکمات جزایی می باشد جهت آقای شهیدزاده فرستاده شود. دکتر محمد مصدق. 22 وزارت جنگ اداره دادستانی ارتش شماره 3436 دال 2 مرداد 35 آقای دکتر محمد مصدق. بازگشت نامه مورخ 31 تیر ماه 1335 1. دادستان ارتش مفتخر است که به موجب سوابق موجود در تمام مدتی که شما با این دستگاه مکاتبه داشتید یا دادستانی ارتش واسطه مکاتبات شما با مقامات و اشخاص بوده است. اولین دفعه است که شما ایراد از تأخیر ابلاغ چند نامه می کنید که لزوما ابلاغ می نماید. اولا تاریخ نامه شماره 13902 که آقای گلشاییان وزیر محترم دادگستری به عنوان شما صادر نموده اند 19/4/35 است، در حالی که شما تاریخ آن را 15 تیر ماه 35 می نویسید. ثانیاً عین نامه مذکور از طرف این دادستانی پیوست شماره 3422 تاریخ 24/35 به لشکر 2 زرهی مرکز ارسال گردیده که به شما تسلیم نماید. ثالثاً هیچ توجه ندارید که دادستانی ارتش برعکس شما مقید به حفظ حرمت و حیثیت اشخاص و مقامات و اطاعت از قوانین و مقررات و موظف اجرای احکام قطعی و لازم الاجرا است. ضمن اینکه وظایف و تکالیف این دادستانی اجازه جوابگویی به لاتایالات نویسی شما را نمی‌دهد، از آن جمله که در نامه مورخ 31 تیر ماه 35 خود می‌نویسید اگر معلوم نیست که دادستانی ارتش روی چه نظر آن هم به استناد یک حکم قلابی که روی اوضاع و احوال خصوصی صادر شده و کمتر کسی است در دادگستری که از جریان کار این دادگاه و مسافرت بعضی به خارج مطلع نباشد کار این جانب را در دادگستری خاتمه یافته تلقی نموده. 2. همانطوری که طی شماره 3411 مورخ 25/1/35 به شما ابلاغ نموده است رسیدگی به پرونده شما در دیوان کشور خاتمه یافته است، بنابراین هیچ کس در مورد یک امر مختومه وظیفه و سمتی نخواهد داشت. 3. طی شماره 3405 22 فروردین 35 متن رأی شعبه 9 دیوان عالی کشور که به اتفاق آرا صادر گردیده به شما ابلاغ نموده است که عیناً چنین است: با ملاحظه جمیع جهات و نظر به اوضاع و احوال خصوص مورد اعتراضات فرجامی مؤثر به نظر نرسید و حکم صادر ابرام می شود. اینک به شما اعلام می نماید غرض از ابلاغ مجدد رأی که تأسف آور است و خجالت دارد این است که شما ضمن مکاتبات خود حتی رأی شعبه 9 دیوان کشور را تحریف می نمایید بدین توضیح که دیوان کشور رأی می دهد با ملاحظه جمیع جهات و نظر به اوضاع و احوال خصوص مورد اعتراضات فرجامی مؤثر به نظر نرسید، ولی شما دائما می نویسید نظر به اوضاع و احوال خصوصی رأی صادر نموده اند.
4. اگر شما حاضر نیستید خود را آشنا به قوانین مملکتی نمایید، دادستانی ارتش موظف به اجرای قوانین است. کارها در دادگستری خاتمه یافته بدین توضیح که شما به اتهام برهم زدن اساس حکومت و ترتیب وراثت تخت و تاج سلطنت و اغوا و تحریک مردم به مسلح شدن بر ضد قدرت و مقام شامخ سلطنت در روزهای 25 تا آخر روز 28 مرداد 32 تحت تعقیب دادستان ارتش قرار گرفته و به موجب رأی مورخ 22/2/33 دادگاه تجدید نظر نظامی عمل شما را منطبق با ماده 317 قانون دادرسی و کیفر ارتش تشخیص و با رعایت ماده 64 قانون کیفر عمومی به 3 سال زندان مجرد محکوم شده اید. که رأی صادر به موجب دادنامه شماره 3706 تاریخ 22 اسفند 34 شعبه 9 دیوان عالی کشور به اتفاق آرا ابرام و در نتیجه محکومیت شما قطعی گردیده است. بنابراین دیگر استناد به ماده 186 قانون دادرسی و کیفر ارتش که مربوط به آیین دادرسی در دادگاه نظامی است و ماده مذکور مقرر می‌دارد وکیل مدافع متهم از ابتدای جریان دادرسی می‌تواند با او ملاقات نماید، پوچ و بی‌معناست. ضمن اینکه باید متوجه باشید شما دیگر متهم نیستید، بلکه به حکم قانون مجرم شناخته شده اید که مجرمیت شما در سجل قضایی شما و تاریخ کشور به حکم قانون ثبت و ضبط گردیده است. در خاتمه دادستان ارتش پس از ابرام رأی دادگاه تجدید نظر نظامی و قطعیت رأی صادر و به موقع اجرا گذاردن آن هیچ گونه وظیفه‌ای از لحاظ قضایی نسبت به شما نداشته و ندارد و نخواهد داشت. پس از قطعیت رأی صادر پرونده شما را بسته و بایگانی کرده است و در مورد ملاقات با اشخاص چنانچه مستحضرید با کسانی که طبق مقررات زندان اجازه ملاقات داشته اید همواره ملاقات نموده اید. دادستان ارتش سرتیپ آزموده. 23. زندان لشکر 2 زرهی مرکز 7 مرداد ماه 1335 تیمسار سرلشکر آزموده دادستان ارتش وصول نامه شماره 3436 سوم مرداد 1335 آن دادستانی سبب شد به اشتباهی که در تاریخ یکی از نامه ها شده بود پی ببرم و از شما هم که در بسیاری از موارد اشتباه نموده اید رفع اشتباه کنم. 1. در نامه مورخ 31 تیر ماه خود از تأخیر ارسال چند مراسل شکایت کرده بودم، از جمله نامه جناب آقای گلشاییان وزیر دادگستری که این جانب تاریخ آن را سهواً 15 تیر نوشته‌ام که چون توضیح داده اید تاریخ آن 19 تیر بوده و روز 20 تیر به لشکر 2 زرهی مرکز ارسال شده دیگر هیچ عرض نمی‌کنم. ولی نسبت به نامه جناب آقای رضا تجدد قائم مقام ریاست دیوان عالی کشور که تاریخ آن 12 تیر بوده و در 30 تیر به این جانب رسیده و همچنین نامه شماره 5076 15 اردیبهشت 35 دیوان عالی کشور به عنوان این جانب که آن را به دیوان مزبور فرستاده اند و رونوشت تصمیم دادگاه عالی انتظامی را که ضمیمه آن بوده نگاه داشته و پس از 50 روز تأخیر برای این جانب ارسال داشته‌اند. نخواستید توضیحاتی بدهید که موجبات این تأخیر و تجاوز به حق یک زندانی بی تقصیر چه بوده است؟ 2. راجع به رأی شعبه 9 دیوان عالی کشور عرض می کنم. اشخاص در هر مقام خصوصاً قضات که جز اجرای قانون وظیفه‌ای ندارند تا زمانی مورد احترام جامعه هستند که به قانون احترام کنند و حق هیچ فردی از افراد را تضییع ننمایند. طبق ماده 453 اصول محاکمات جزایی راجع به مقررات فرجامی متداعیان برای رسیدگی در دیوان تمیز احضار می‌شوند، ولی اگر بدون عذر موجه حاضر نشدند رسیدگی و صدور حکم به تأخیر نمی‌افتد و بر حسب ماده 451 متداعیان یا وکلای آنان به اجازه رئیس شعبه مطالب خود را اظهار می‌دارند و مدعی العموم اخیراً عقیده خود را اظهار می‌دارد که با نصوصی بدین صراحت این جانب را برای دفاع از حق خود و گفتن حقایق در منافع و مصالح مملکت احضار ننمودند و با دستور صریحی که قانون اساسی در اصل 78 متمم داده است که عیناً نقل می شود. احکام صادره از محاکم باید مدلل و موجه و محتوی فصول قانونیه‌ای که بر طبق آنها حکم صادر شده است بوده و علنا قرائت شود. رأی بدین طریق صادر کرده اند. با ملاحظه جمیع جهات و نظر به اوضاع و احوال خصوص مورد اعتراضات فرجامی مؤثر به نظر نرسید و حکم صادر ابرام می شود که از حیث انشاء نه سلیس است نه رسا و از حیث معنا مخالف دستور اصل مزبور صادر شده است که چون جهتی داشته که قضات از حدود قانون منحرف شوند و رأی بدین سخاوت و ابتذال صادر نمایند هر کس آن را بخواند در قلابی بودن آن تردید نمی کند و چنانچه بخواهند برای این واژه مصداقی پیدا کنند از این رأی بهتر نمیتوان مصداقی پیدا کرد. تعجب اینجاست که شما این عمل را ذاتاً بد نمیدانید ولی حرف آن را بد میدانید و آن را جزو لاتایلات میشمارید.
3. نظر به اینکه نگاشته ای طبق رأی مورخ 22 اردیبهشت 33 دادگاه تجدید نظر و دادنامه شماره 3706 22 اسفند 34 شعبه 9 دیوان عالی کشور محکومیت این جانب قطعی است و باید متوجه باشم که دیگر متهم نیستم، بلکه به حکم قانون مجرم شناخته شده‌ام و این مجرمیت در سجل قضایی این جانب و تاریخ کشور به حکم قانون ثبت و ضبط گردیده است. عرض می‌کنم چقدر روحیه و افکار اشخاص با هم یکی نیست و تفاوت دارد. من متاسفم که چرا دادگاه از این نظر که ماده 46 قانون مجازات عمومی اعدام مردانی متجاوز از 60 سال را اجازه نداده است با نظر شما راجع به اعدام من موافقت ننمود و شما اکنون این مجرمیت را که باز یک افتخاری است نصیبم شده و کمتر نصیب کسی می شود به رخم می کشید و برای من تنزل مقام می دانید. من از آن رأی دادگاه فقط آن قسمتی را قبول می کنم که عنوان جنابی را از من سلب کرده است، چون که همیشه از این عنوان پوچ و تو خالی متنفر بودم. اگر این رأی قلابی را یک مورخی ضمن وقایع روز ثبت کند، مبارزه ملت ایران را با سیاست خارجی در مراجع بین المللی و در خود مملکت به اعمال اجنبی جزو مفاخر تاریخی ملت می شمارند و هیچ وقت از صفحات تاریخ این مملکت محو نمی شود. بدبختانه کار مملکت به جایی رسیده است که یک دادستان ارتش میتواند قانون را لگدمال کند و یک زندانی بی تقصیر که حق دارد از خود دفاع کند با دستور صریحی که دیوان کشور طی شماره 13821 12 تیر ماه 35 به آن دادستانی داده است که از لحاظ قضایی مانعی برای ملاقات وکلا و اشخاص دیگر موجود نیست، نتواند وکلای خود را ببیند و طبق لایحه قانونی 14 اسفند 33 شکایت خود را به دادگاه عالی انتظامی و همچنین به موجب ماده 468 اصول محاکمات جزایی درخواست تجدید نظر خود را به دیوان عالی کشور تقدیم نماید و آنقدر خسته و ناتوان شود که از روی اجبار انتحار نماید و موضوع قهراً خاتمه یابد. دکتر محمد مصدق. avogabooth.com خاطرات و تعلمات دکتر محمد مصدق. گوینده نسیم. تولید و پخش فایل صوتی کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avogabooth.com بخش سوم. عرض جواب به فرمایشات اعلیحضرت همایون شاهنشاه. مقدمه. به طوری که در مقدمه کتاب به عرض هموطنان عزیز رسید، این بخش مربوط به انتقاداتی است که اعلیحضرت همایون محمد رضا شاه پهلوی از من و اعمالم در کتاب مأموریت برای وطنم فرموده اند که چون هر کتاب مورد علاقه جامعه پس از انتشار در یک روزنامه باز آن را طبع می کنند و در یک جلد جداگانه در دسترس عموم قرار می دهند تا هر کس در موقع لزوم بتواند از آن استفاده کند و در مورد این کتاب رعایت این نکته نشده و فقط به انتشار در 2 جریده عصر تهران یعنی روزنامه اطلاعات و کیهان قناعت نموده اند، این است که برای رفع احتیاج خوانندگان از مراجعه به جراید در هر یک از فصول کتاب و بالخصوص فصل 5 آن که از راه کمال مرحمت به شرح اعمال من تخصیص داده شده، آنچه فرمایش فرموده اند بدون هیچ گونه تصرف و تغییر عیناً نقل می کنم و جواب درخور انتقاد را اگر مفصل است در متن و الا در ذیل همان صفحه به عرض می رسانم و تشخیص صحت هر یک از انتقادات و عرض جواب را به قضاوت عادلانه خوانندگان محول می نمایم. از فصل 3 کتاب مأموریت برای وطنم. 1. مدتها پس از وقایع دوران کودکی 4 حادثه دیگر برای من روی داد که هر یک در حدود خود حائز کمال اهمیت بوده و موجب شده است که ایمان و توجه بی‌شائبه‌ای که در دوران کودکی به مبدأ حقیقی داشته‌ام ادامه یافته و روز به روز مستحکم‌تر گردد. اولین حادثه هنگامی روی داد که برای بازدید سدی که تازه در شرف احداث بود به کوهرنگ در حوالی اصفهان رفته بودم. دومین واقعه رهایی استان زرخیز آذربایجان از تسلط اجانب بود.
و سومین واقعه عجیب و تلخ دوران سلطنتم در بهمن ماه 1327 هنگامی که در جشن سالیانه تأسیس دانشگاه شرکت می‌کردم روی داد. قضیه که چهارم که شرح آن در این کتاب مندرج است، معجزه 28 مرداد سال 1332 بود که ایران را از چنگال مصدق رهایی داد. دکتر مصدق مردی بود که امکان داشت رهبر سیاسی خوبی باشد، ولی در اواخر حکومتش اسیر افکار افراطی خود و عده‌ای از اطرافیان و تلقینات غیر مستقیم یک دولت خارجی قرار گرفته بود. اعتقاد من این است که سرنگون کردن دستگاه مصدق کار مردم عادی کشور من بود که در دلشان بارقه مشیت یزدانی می درخشید. عرض جواب: بارقه مثبت یزدانی در دل آیزنهاور رئیس جمهوری درخشید که تصویب نمود آزادی یک ملتی را با 40% از سهام کنسرسیوم مبادله کنند و برای اجرای این معاوضه در مرحله اول دستخط عزل من صادر و کودتای شب 25 مرداد 1332 شروع گردید که چون به نتیجه نرسید مرحله دوم آن شروع شد و $390,000 آمریکا بین بعضی از علمای فاسد و امرا و افسران بی ایمان تقسیم گردید و به هر یک از آن مردم عادی کشور مورد توجه شاهنشاه هم از این اعتبار مبلغ ناچیزی رسید که همه یک دل و یک زبان زیر نظر آن افسران و درجه‌داران به غارت خانه من پرداختند، مرا دستگیر و به دادگاه نظامی تسلیم کردند. از فصل 4 کتاب مأموریت برای وطنم 2. علاوه بر وظایف نظامی که بر عهده داشتم، مجبور بودم هر روز پدرم را ملاقات کنم و این ملاقات‌ها گاهی صبح و اغلب نیم ساعت قبل از ظهر صورت می‌گرفت و نظریات خود را بدون اینکه جنبه مذاکره و مباحثه داشته باشد به سمع او می‌رساندم. با این وصف در آن سن 19 سالگی گاه عقاید خود را صریحاً در مسائل مختلف به وی عرضه می داشتم و عجب این بود که او همیشه نظریات و عقاید مرا با دقت و حوصله استماع می نمود و پیشنهاد مرا کمتر رد می فرمود. مثلا در اثر شفاعت مصرانه من بسیاری از زندانیان سیاسی آزادی یافتند. شاید جای افسوس باشد، ولی یکی از این افراد دکتر مصدق بود که بعداً در دوره زمامداری خود چیزی نمانده بود که کشور را به افلاس بکشاند و سلسله ای را که پدرم بنیاد نهاده بود براندازد. با آنکه مصدق بارها گفته بود که من جان وی را از خطر نجات داده‌ام، همه دیدند که این دین را به چه طریق عجیبی ادا کرد و چگونه از من حق شناسی نمود. پدرم مصدق را به اتهام همکاری با یک دولت خارجی و توطئه بر علیه دولت ایران توقیف کرده بود و نمیدانم در فکر وی چه می‌گذشت که مخالفین خود را به همکاری با خارجی‌ها، مخصوصاً انگلیسی‌ها، متهم می‌کرد. مصدق به نقطه دور افتاده و بد آب و هوایی تبعید شد و چون پیرو علیل بود به احتمال قوی از این تبعید سلامت باز نمی‌گشت، ولی من از او شفاعت کردم. وی پس از چند ماه آزاد گردید. در فصل آینده شرح خواهم داد که از این آزادی چه استفاده‌ای کرد. گاهی که در این باره فکر می‌کنم در صحت اقدام آن روز خود و شفاعت از وی مردد می‌شوم، ولی نسبت به اغلب کسانی که در اثر شفاعت و کوشش من از زندان آزاد شدند احساس مسرت و خرسندی می‌کنم. عرض جواب: بعد از خاتمه دوره 6 تقنینیه که دولت در انتخابات تهران هم دخالت نمود و من دیگر به مجلس نرفتم، مدت 13 سال در شهر تهران و احمدآباد به انزوا گذرانیدم. کسی را ندیدم و با احدی معاشرت ننمودم و با این حال نفهمیدم مرا برای چه دستگیر کردند و به شهربانی آوردند و بهترین گواه پرونده های من است در شهربانی. سوال کردم به چه تقصیر مرا اینجا آورده اید؟ گفتند تقصیری ندارید و باید در اینجا بمانید. من و کسانم درخواستی از والا حضرت همایون ولیعهد وقت نکردیم. این درخواست از طرف موسیو پرون تبعه سوئیس و یکی از دوستان ایام تحصیل اعلیحضرت شاهنشاه که در بیمارستان نجمیه بستری شده بود صورت گرفت. با این حال هر وقت فرصتی به دستم آمد از اظهار شکرگزاری خودداری نکردم و تا آخرین روزی هم که در سر کار بودم قدمی بر علیه شاهنشاه بر نداشتم و شفاعت من نزد پدر تاجدار اثر دیگری هم داشت که این بود دست شاه فقید به یک جنایت دیگر برای از بین بردن من آلوده نگردید. و اما اینکه فرموده اید نمیدانم در فکر او چه میگذشت که مخالفین خود را به همکاری با خارجی ها مخصوصا انگلیسی ها متهم میکرد، جا دارد که عرض کنم کافر همه را به کیش خود پندارد.
از فصل 5 کتاب مأموریت برای وطنم 3. چند سال پیش شخصی به نام دکتر محمد مصدق که بیش از هر ایرانی دیگر در تاریخ اخیر ایران موضوع مقالات و مندرجات روزنامه‌های آمریکایی و انگلیسی قرار گرفته بود و متاسفانه برخی از مردم در خارج ایران وی را ملاک قضاوت خود درباره ایران و ایرانیان قرار دادند، در این کتاب باید به خوانندگان اطمینان دهم که مصدق هرگز نمودار ایران و مظهر و نمونه خصایص ملت ما نبوده است. در فصل قبل ذکر شد که پدرم مصدق را در سال 1319 زندانی کرد و در اثر شفاعت من آزاد گردید. در سال 1332 بار دیگر به جرم برهم زدن اساس حکومت که خود خیانت بارزی است محکوم شد. من در این موقع نامه‌ای به محکمه نگاشته و اظهار داشتم که وی را از تقصیراتی که نسبت به شخص من مرتکب شده بخشیدم. در اثر همین نامه و به علت کبر سن از اعدام که معمولاً در کشور ایران و سایر کشورهای جهان مجازات این گونه اشخاص است، رهایی یافته و فقط به 3 سال زندان مجرد محکوم گردید و بدین ترتیب یک بار دیگر در اثر دخالت من از مرگ نجات یافت. وی از سال 1325 که از زندان بیرون آمد به ملک شخصی خود رفته و تا کنون که این کتاب انتشار پیدا می کند چون شخص با ثروتی است در آنجا با خانواده خود زندگانی آرام و بی حادثه ای را می گذراند. عرض جواب: تقصیراتم فقط این بود که در زمان تصدی من شاهنشاه مثل یک پادشاه مشروطه در این مملکت سلطنت می کردند و در این مدت بنا به اطلاعات من سوء استفاده ای نفرمودند. بین شاهنشاه و من اختلاف شخصی نبود که از تقصیراتم درگذرند و برای اینکه تصور نفرمایند پس از محکومیت درخواست عفو می کنم، به محض اینکه نامه وزیر دربار در دادگاه قرائت شد نسبت به این عفو اظهار تنفر کردم، اما اینکه فرموده اند از سال 1335 که از زندان بیرون آمد به ملک شخصی خود رفته، عرض می کنم مرا تحت الحفظ آوردند و در این ده محبوسم و چون بدون اسکورت اجازه نمی دهند حرکت کنم از قلعه خارج نمی شوم و خواهانم از این زندگی ملامتبار هرچه زودتر خلاص گردم. 4. به جهات عدیده من مجبور بودم درباره شخصیت مصدق مطالعه کنم و روش معنوی و اخلاقی وی را با مقایسه بین گفتار و رفتارش معلوم ساخته و تأثیر قول و فعل وی را در حیات کشور به واقعی مشخص نمایم. وی مخصوصاً در دوره نخست وزیری از نزدیک مورد دقت و مطالعه من قرار گرفت. زندگانی اجتماعی وی در عالم حرف و روی کاغذ به نظر آبرومند می آید. وی در سال 1260 شمسی و بنا به اظهار بسیاری اشخاص چند سال قبل از آن در یک خانواده ملاک و متمکن متولد شده و در رشته حقوق و موضوعات مربوط به آن در فرانسه و سوئیس به تحصیل پرداخت و سپس وارد خدمات دولتی شد و مشاغل با مسئولیتی مانند وزارت دارایی، وزارت دادگستری، وزارت خارجه به او تفویض شد. انگلیسی‌ها وسیله انتخاب وی را به استانداری فارس فراهم آوردند و پس از آن به استانداری آذربایجان نیز منصوب گردید. در سال 1302 شمسی نخستین بار به نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب شد. تا هنگام سقوط خود سمت نمایندگی مجلس شورای ملی را داشت. دوران نخست وزیری مصدق از اردیبهشت 1330 تا مرداد 1332 به طول انجامید و در همین دوره بود که خصوصیات اخلاقی و روحی خود را بر همه کس آشکار ساخت. بیشتر افراد تصدیق می کنند که وی شخصاً مرد درستکاری بود، ولی چنان که ذکر خواهد شد قبول این نظر بسته به تعریفی است که از کلمه درستکاری بشود. او هیچگاه کمونیست نبوده است. وی در ظاهر همواره از کمونیست‌ها برکناری داشت، ولی به کمک آنها متکی بود و آنان را نردبان ترقی خود ساخته بود. عرض جواب: در هر مملکتی نظیر ایران رجال و کارمندان دولت را باید به 3 دسته تقسیم نمود: رجال مخلوق سیاست خارجی، رجال خیرخواه و غیر مبارز، رجال خیرخواه و مبارز. نسبت به هر یک از این 3 دسته توضیحاتی لازم است داده شود. 1. رجال مخلوق کسانی هستند که با نظریات خارجی وارد کار می شوند و مصالح شخص خود را با مصالح خارجی توأم می نمایند و همیشه صاحب کارند. آنجا که برای سیاست خارجی نفعی نباشد آنان نفعی ندارند و اکثریت قریب به اتفاق رجال این مملکت از این قماشند. 2. رجال خیرخواه و غیر مبارز
کسانی بودند که هر وقت سیاست خارجی می‌خواست مردم نفس بکشند وارد کار می‌شدند و چون استحکامی نداشتند کار مهمی نمی‌توانستند انجام دهند. و باز هر وقت سیاست خارجی می‌خواست نقشه اختناق را عملی کند دست از کار می‌کشیدند و زمام امور دست کسانی قرار می‌گرفت که بتوانند از عهده انجام نقشه اختناق برآیند. 3. رجال خیرخواه و مبارز کسانی هستند که با سیاست خارجی ارتباطی ندارند و در راه آزادی و استقلال وطن حاضرند که از همه چیز بگذرند. آری، به طوری که شاهنشاه فرموده اند، سیاست انگلیس در انتساب من به ایالت فارس دخالت تام داشت. من در اروپا بودم که در دولت حسن پیرنیا مشیرالدوله به وزارت عدلیه منصوب شدم و از طریق هندوستان عازم ایران گردیدم. ورودم به شیراز تصادف کرده بود با استعفای داعی من فرمانفرما که والی فارس بود. نظر به این که در آن عصر والی هر ایالت شخص مقتدری بود که در تمام امور مربوط به آن استان دخالت می‌نمود و اختیارات یک والی با اختیارات یک استاندار کنونی بسیار فرق داشت و فارس هم یک محل پردرآمدی بود که بعضی از رجال نفع پرست در تهران داوطلب ایالت فارس شده و سعی می‌کردند فرمان انتصاب خود را بگیرند و تبلیغات کمونیستی هم در ایران سیاست استعمار را نگران کرده بود و می‌خواستند شخص بی‌غرضی در این استان وارد کار شود که عدم رضایت مردم موجب پیشرفت این مرام نگردد. این بود که بعد از ورودم به شیراز پس از چند ساعت عده‌ای به تلگرافخانه رفتند و انتساب مرا به آن ایالت از دولت درخواست کردند. و من قبل از این انتساب کوچکترین ارتباطی با سیاست انگلیس نداشتم و حتی یک نفر انگلیسی را هم نمی شناختم و عدم ارتباطم با آن سیاست به حدی بود که سفارت انگلیس در روم حاضر نشد راجع به امضای تذکره من از خط هندوستان با درخواست اسحق مفخم‌الدوله وزیر مختار ایران در روم که از دوستان من بود موافقت کند و من ناچار شدم سفری از طریق قفقاز به ایران بکنم. ولی به واسطه انداد راه قفقاز به ایران پس از 4 ماه مسافرت باز به سوئیس مراجعت نمایم و باز اعتراف می کنم که سیاست انگلیس نه فقط در انتساب من به ایالت فارس بلکه در انتساب من به ایالت آذربایجان نیز اثری به سزا داشت، چون که در تبریز کودتایی شده بود که حاج مخبرالسلطنه والی دست از کار کشیده بود و اطلاع السلطنه وزیر پست و تلگراف از طرف حسن پیرنیا مشیرالدوله با من وارد مذاکره شد که سفری به تبریز کنم و من از این نظر که موفقیتم در ایالت فارس روی این اصل بود که قوای انتظامی زیر نظر خود من کار میکرد و در تبریز ارتش طبق دستور مرکز انجام وظیفه مینمود و از من کاری ساخته نمیشد، عذر خواستم که بلافاصله همان روز سردار سپه وزیر جنگ به خانه من آمد و قول داد که در تبریز هم ارتش راجع به امور انتظامی دستور شخص مرا اجرا کنند. این بود که موافقت نمودم و با کسالتی که داشتم ظرف 2 روز رهسپار محل مأموریت شدم. چنانچه من به سیاست انگلیس سرسپرده بودم در تهران با دولت وثوق‌الدوله مبارزه نمی کردم و نسبت به قرارداد 19 اوت 1919 وثوق‌الدوله که ایران را تحت الحمایه دولت انگلیس قرار داده بود در اروپا به جامعه ملل عرض حال شکایت نمی دادم. در شیراز هم با کودتای 3 اسفند 1299 مخالفت نمی کردم و مثل سایر ولات و رجال تلگراف تبریک بالا بلندی به رئیس دولت و کابینه سیاه مخابره می نمودم و آمادگی خود را برای انجام هر گونه امر و دستور به استحضار او می رسانیدم. و نیز مخالفتم در دولت مشیرالدوله که وزیر خارجه بودم با نامه‌ای که سفارت انگلیس در خصوص مالکیت جزایر ابو موسی و شیخ شعیب در خلیج فارس برای مستوفی الممالک نخست وزیر فرستاده بود و نخست وزیر ذیل نامه نوشته بود ضبط شود و نامه بلا جواب مانده بود، مخالفتم به سمت نمایندگی تهران در مجلس 5 و روز 9 آبان ماه 1304 با ماده واحده که ناقص قانون اساسی بود، چون که مجلس حق نداشت سلسله قاجار را از سلطنت خلع کند و این کار را میبایست مجلس مؤسسان میکرد. مخالفتم در مجلس 6 با دولت مستوفی راجع به انتصاب وثوق‌الدوله در پست وزارت عدلیه و محمد علی فروغی در پست وزارت جنگ، عدم موافقت با انتصاب خودم به نخست وزیری که اعلیحضرت شاه فقید می‌خواستند مرا از مجلس 6 خارج کنند و جزو رجال دست دوم و در صورت امکان جزو دست اول قرار دهند، دلایل واضح و روشنی است که من به سیاست انگلیس سر نسپرده بودم. من نه فقط با سیاست انگلیس بلکه با هر دولتی که می‌خواست کاری برخلاف مصالح مردم بکند مخالفت کرده ام.
من اول کسی بودم که در تبریز با مخالفت شدید قنسول شوروی قرارداد ایران اتحاد جماهیر شوروی را در خصوص نسخ کاپیتولاسیون اجرا کردم. من با پیشنهاد کافتارادزه راجع به امتیاز نفت شمال مخالفت نمودم و در همان مجلس قانون تحریم امتیاز را به تصویب رسانیدم. من با تقاضای سادچیکوف که می‌خواست شیلات بحر خزر کماکان در دست عمال شوروی بماند تا بعد قراردادی در این باره تنظیم شود موافقت ننمودم و روزی که قرارداد به آخر رسید بهره برداری از شیلات ملی گردید. من با پیشنهاد اصل 4 که موادی مخالف استقلال ایران در آن درج شده بود موافقت ننمودم تا پیشنهاد را تصحیح کردند و بعد امضا نمودم. همه می‌دانند که سلسله پهلوی مخلوق سیاست انگلیس است، چون که تا 3 اسفند 1299 غیر از عده‌ای محدود کسی حتی نام رضاخان را هم نشنیده بود و بعد از 3 اسفند که تلگرافی از او به شیراز رسید هر کس از دیگری سوال می‌کرد و می‌پرسید این کی است؟ کجا بوده و حالا اینطور تلگراف می کند؟ بدیهی است شخصی که با وسایل غیر ملی وارد کار شود نمیتواند از ملت انتظار پشتیبانی داشته باشد. به همین جهات هم اعلیحضرت شاه فقید و سپس اعلیحضرت محمد رضا شاه هر کدام بین 2 محظور قرار گرفتند. چنانچه میخواستند با یک عده وطن پرست مدارا کنند از انجام وظیفه در مقابل استثمار باز میماندند و چنانچه با این عده به سختی و خشونت عمل میکردند دیگر برای این سلسله حیثیتی باقی نمی ماند تا بتواند به کار ادامه دهند. این بود که هر کس ابراز احساساتی می کرد و یا انتقادی از اعمال شاه می نمود، وصله عضویت حزب توده را به او می چسبانیدند و او را به اشد مجازات محکوم می کردند. تبعید و قتل مدرس و فرخی در زندان که نتوانستند آنان را متهم به مرام کمونیستی بکنند یک دلیل بارز و مسلمی است بر صدق این مقال و تا صفحات تاریخ باقی است خواهند گفت آنها را برای چه در زندان از بین بردند. من نمیخواهم عرض کنم بین افسران و درجه‌داران وزارت جنگ عده‌ای با حزب توده ارتباط نداشتند، ولی میخواهم این را عرض کنم که عده‌ای وطن پرست را که با سیاست استعمار مخالف بودند به عضویت حزب توده متهم کردند و از بین بردند و بهترین مثال تبعید خود من به بیرجند بود که هرگاه اعلیحضرت شاهنشاه محمد رضا شاه پهلوی از من وساطت نفرموده بودند در زندان از بین می رفتم و پرونده‌ای هم می ساختند که من عضو حزب توده بودم و باز عرض می کنم که حزب توده اسلحه نداشت و این تهمت را هم به عده‌ای زدند که آنان را از بین ببرند. به طور خلاصه حزب توده و یک عده‌ای وطن پرست هر کدام از یک نظر و جهات خاصی با دولت دیکتاتوری مخالف بودند و همکنون هستند. همه می‌دانند که در ممالکی مثل ایران اشخاص وطن پرست هیچ وقت نخواستند استقلال وطن خود را در سایه سیاست یک طرفه حفظ کنند و از یک دولتی به یک دولت دیگر پناه ببرند و خود را تحت الحمایه قرار دهند. اشخاص وطن پرست همیشه خواهان سیاست‌های متضادی بودند تا بتوانند به وسیله یکی دیگری را خنثی کنند و به دست او توقعات یک دولت جواب توقعات دولت دیگر را بدهند. آن روز که من عهدهدار مقام ریاست دولت شدم در ایران 3 دولت متنفذ بود بدین قرار: 1. دولت انگلیس که از 2 قرن پیش شروع کرده بود و نفوذ آن در دستگاه دولتی عمیق بود و سابقه تاریخی داشت. 2. آمریکا که سیاستش سابقه ای نداشت و سطحی بود، ولی از این نظر که در دنیا قدرتی به دست آورده بود دولت انگلیس نمیتوانست آن را نادیده تصور کند. 3. دولت روسیه تزاری که بعد از انقلاب دیگر در ایران سیاستی نداشت و سیاست جدید زاده مرام کمونیستی جانشین آن گردید و نظر به اینکه دستگاه دولت زیر نظر دول استعماری بود در درجه 3 قرار گرفته بود و با این حال تا استالین فوت نکرده بود دول استعمار از او ملاحظه می‌کردند و ملت می‌توانست تا حدی اظهار حیات کند و روی همین احساسات بود که من ظرف 2 روز قانون ملی شدن صنعت نفت را از تصویب 2 مجلس گذرانیدم و باز روی همین احساسات بود از شرکت نفت که قسمتی از خاک ایران را تحت سلطه و نفوذ خود قرار داده بود خلعیت کردم و بعد از استالین چون قائم مقام او شخصیتی نداشت ملاحظات دول استعمار از آن دولت از بین رفت و ایدن وزیر خارجه انگلیس مسافرتی به آمریکا نمود و مذاکراتش با آیزنهاور به این نتیجه رسید که رئیس جمهوری تصویب کند آزادی یک ملتی را با 40% از سهام کنسرسیوم مبادله کنند و شرکت‌های نفت آمریکا به مقصودی که داشتند برسند. 5.
از جوانی مصدق آنگاه که در دوره قاجاریه رئیس اداری دارایی خراسان بود نقل می‌کنند که با جعل اسناد قسمتی از زمین‌های دیگران را تصاحب کرده و به جرم همین اختلاس طبق قوانین اسلامی که هنوز در کشور عربستان سعودی اجرا می‌شود محکوم به قطع دست شده بود. نسبت به این محکومیت دلایلی که مؤید صحت آن باشد نشنیدم و معلوم است چنین مجازاتی درباره وی اجرا نشده است، زیرا مردم نطق‌های پرحرارت وی را که با حرکت هر دو دست توأم بود به خاطر دارند. ظن من این است که در جوانی ممکن است در امور مالی در اعمال نادرستی دخالت داشته ولی از سوء عاقبت آن اعمال درس عبرت گرفته باشد. عرض جواب: هستند کسانی که از جریان امور در این مملکت قبل از مشروطه اطلاع کامل دارند و چه خوب بود که اعلیحضرت همایون شاهنشاهی با وسایلی که در اختیار دارند امر به تحقیقات می‌فرمودند تا معلوم شود آن زمین را که من از مال دولت و یا دیگران تصاحب کرده ام در کجا بوده و در چه نقطه‌ای از مملکت واقع شده است و فرمایشاتی بدون تحقیق و نسبت‌هایی که روانی است به من نمی‌دادند. ای کاش همین قانون شرع که در عربستان سعودی اجرا می شود در ایران هم اجرا شده بود تا هیچ کس نتواند بدون انتشار حتی یک اعلان ثبت هزاران رقبه را مالک شود و اوراق مالکیت را به اسم خود صادر نماید. 6. باید دید مصدق از خصایصی که لازمه یک نفر سیاستمدار حقیقی است چه کم داشت. اولا اطلاعات عمومی او بسیار ناچیز بود و این مسئله همیشه مرا به حیرت میانداخت، زیرا هرچه در خارج تحصیل کرده بود از سایر کشورهای جهان تقریبا هیچ اطلاعی نداشت و نقطه ضعف معلوماتی او مخصوصا در مسائل اقتصادی بود. من به هیچ وجه داعیه تخصص در علم اقتصاد ندارم، ولی هرچه بوده است توانستم حقایق کلی و اصول اقتصاد ملی و بین المللی را فراگیرم و از نظر مقام سلطنت نیز همیشه با عده کثیری از مأموران دولتی که دارای سوابق و عقاید اقتصادی و سیاسی متفاوت بودند تماس داشتم و با کمال صداقت باید بگویم که کمتر کسی را دیدم که عهدهدار مقام و مسئولیتی باشد و مانند مصدق از اصول بدوی و مقدماتی تولید و تجارت بی اطلاع باشد. این امر واقعا برای من تعجب آور بود، چون مصدق شخص کودنی نبود و تا حدی اهل مطالعه به حساب می آمد. باید علت بی اطلاعی او را در امور اقتصادی حمله بران کرد که وی همیشه چنان در چنگال طغیان‌های روحی خود اسیر بود که نمی توانست به طور عمقی و عملی یک مسئله اقتصادی را مورد مطالعه قرار داده. عرض جواب: اطلاعات و معلومات شاهنشاه در امور اقتصادی سبب شد توازنی که در زمان تصدی من بین صادرات و واردات کشور برقرار شده بود از بین برود و رقم واردات 5 برابر صادرات شود. بدین قرار واردات سال 1332 که این جانب متصدی بودم 5 میلیارد ریال، سال 1333 روی معلومات شاهنشاه 7 میلیارد ریال، سال 1334 روی معلومات شاهنشاه 9 میلیارد ریال، سال 1335 روی معلومات شاهنشاه 20 میلیارد ریال، سال 1336 روی معلومات شاهنشاه 25 میلیارد ریال، سال 1337 روی معلومات شاهنشاه 33 میلیارد ریال، سال 1338 روی معلومات شاهنشاه 41 میلیارد ریال. صادرات به استثنای نفت سال 1332 که این جانب متصدی بودم 48 میلیارد ریال، سال 1333 روی معلومات شاهنشاه 10 میلیارد ریال، سال 1334 روی معلومات شاهنشاه 8 میلیارد ریال، سال 1338 روی معلومات شاهنشاه 7 میلیارد ریال. نشر اسکناس در اواخر سال 1331 که این جانب در رأس امور بودم میزان اسکناس که منتشر شده بود به 7 میلیارد و 800 میلیون ریال بالغ می‌گردید، ولی اکنون بالغ به 11 میلیارد شده است. 7. از این موضوع وخیم‌تر منفی بافی او بود. مثلا در مقایسه هیتلر و مصدق باید گفت هیتلر پیمان ورسای را به باد حمله و ناسزا می گرفت، ولی برنامه وی که هرچند معقول و منطقی نبود معلوم و مشخص بود، در صورتی که عقاید مصدق و تمام هدفهایی را که پیش می آورد هرچند به طور موقت به ذوق عامه می آمد چیزی جز منظورهای منفی نبود.
در حقیقت مصدق اصولی را تلقین می‌کرد که خود وی آن را سیاست موازنه منفی نام گذاشته بود. مقدمه بیان وی که منطقی هم بود، این بود که ایران سالهاست که به علت نفوذ اجانب در مضیقه و فشار بوده است و از این مقدمه فوراً نتیجه می گرفت که بهترین خط مشی برای ایران این است که هیچ امتیازی به خارجی ها واگذار نشود و هیچ گونه کمکی هم از آنها پذیرفته نشود. در نظر اول این طرز فکر با سیاست عدم مداخله که قبل از جنگ بین‌المللی دوم در قسمت‌هایی از آمریکا متداول بود شباهت دارد، ولی رویه منفی مصدق از این حد هم بالاتر رفته و نه تنها خارجی بلکه امور داخلی کشور را هم شامل بود. عرض جواب: به طوری که فرمودند، عقیده داشتم هیچ امتیازی به دول بیگانه داده نشود و اعطای امتیاز به یک دولت سبب نشود دول دیگر هم برای سوء استفاده تقاضای امتیاز کنند. اعطای امتیاز به یک دولت و یا اتباع آن اگر شأن و منزلتی داشت، ممالک مترقی تر از ما هم به این کار مبادرت می کردند. اعطای امتیاز به یک دولت یا اتباع آن سبب می شود که برای ادامه استفاده های نامشروع مجلسین را به واسطه اعمال نفوذ از یاران و سرسپردگان خود تشکیل دهند و دولتی هم که با رأی چنین مجالسی روی کار بیاید البته برای ایران نمی تواند کاری بکند. به طور خلاصه تمام وسایل مؤثر مملکت را در دست بگیرند و در تمام امور کشور دخالت کنند و چنین عملی سبب شود که دول دیگر هم در مقام سوء استفاده برآیند و ایران هیچ وقت روی آسایش و راحتی را نبیند. 8. مخالفت شدید او با احداث راه آهن در ایران مثال روشن از این طرز فکر اوست. به خاطر دارم روزی با کمال جسارت در حضور من اظهار داشت که پدرم در این کار خیانت کرده است. وقتی از وی دلیل خواستم، گفت پدر من راه آهن سراسری را فقط برای جلب رضایت انگلیسی ها که می‌خواستند به روسیه حمله کنند ساخته است. از او پرسیدم که به عقیده او آیا باید پدرم راه آهن را در مسیر دیگری احداث می‌کرد؟ جواب او این بود اصلاً پدرم نباید راه آهن احداث می‌کرد و ایران احتیاجی به راه آهن نداشت و مردم بدون آن مرفه‌تر بودند. وقتی در این زمینه چانه‌اش گرم شده بود چنین استدلال کرد که قبل از دوره پدرم ایران فاقد راه آهن بود و بنادر قابل ذکر نداشت. به طرق و شوارع ایران نمیشد اطلاق راه کرد و به علت نبودن آسفالت و پیاده‌رو مردم تا زانو در گل و لای فرو می‌رفتند، اما لااقل ایران مستقل بود. برای آشکار ساختن این سخنان بدون منطق به یادش آوردم که قبل از سلطنت پدرم ایران زیر زنجیر کاپیتولاسیون یعنی حاکمیت و استقلال قضایی بیگانگان بود و در آن ایام نیمی از کشور تحت تسلط روس و نیمی دیگر زیر استیلای انگلیس قرار داشت و وضع امنیت و اجرای قانون آن چنان بود که پس از غروب آفتاب مردم عاقل از ترس دزد در خیابان‌های تهران دیده نمی‌شدند. آیا اسم این وضع را میتوان استقلال گذاشت؟ مصدق در برابر این شواهد زنده جواب نداشت، ولی میدیدم که استدلالات من تغییری در نتایجی که از اظهار لجوجانه و منحرف خود گرفته نداده است. عرض جواب: من هیچ وقت عرض نکردم کشور ایران از استقلال تام بهره‌مند بوده است و اکنون همچنین ادعایی نمی کنم، چون که در یک مملکت مستقل یک دولت بیگانه نمیتواند شاه را تبعید کند و در یک کشور مستقل حق انتخاب نمایندگان مجلسین با مردم است و همه میدانند که بعد از کودتای 3 اسفند تا دوره 6 تقنینیه که شاه فقید کاملا به اوضاع مسلط نشده بود، اکثریت قریب به اتفاق وکلای مجلس شورای ملی با نظریات یک سفارت بیگانه وارد مجلس شدند و از آن به بعد که مخالفین دولت از بین رفتند و یا دیگر انتخاب نشدند، حتی برای نمونه هم یک نماینده حقیقی مردم در مجلس دیده نشد. قبل از کودتا مردم و جراید نسبتاً آزاد بودند، ولی بعد که توانستند رجال مملکت را زندانی کنند و مدیران جراید را سخت تنبیه کنند و شلاق بزنند، آن آزادی ناقص هم به کلی از بین رفت و از روی حقیقت مردم وطن پرست ایران می‌خواستند در آن گل و لای فرو بروند و آن خیابان‌های آسفالته را نبینند و از آن عبور نکنند.
راجع به کاپیتولاسیون باید عرض کنم که این رژیم به پیشنهاد خود دولت اتحاد جماهیر شوروی در عهدنامه سال 1921 ایران و شوروی از بین رفت و عهدنامه مزبور در دولت‌های قبل از کودتا تنظیم شده و 5 روز بعد از کودتا منعقد گردید و با این حال تا آخر سال 1301 که من وارد تبریز شدم مقررات عهدنامه در آن استان جاری نشده بود و قنسول شوروی می‌توانست هر یک از مبلغین کمونیست را که برخلاف مقررات مملکتی تبلیغ کنند از ایران روانه کشور خود کند و من با مخالفت شدید قنسول شوروی عهدنامه را اجرا کردم و سایر دول نیز که به استناد عهدنامه ترکمنچای از این رژیم استفاده می‌کردند و آن عهدنامه از بین رفت از روی کمال دوراندیشی از این حق صرف نظر کردند. چون که بالمعال دولت شوروی حاضر نمی‌شد عده‌ای دول از این رژیم در ایران استفاده کنند و او نکند. و اما در خصوص راه آهن مدت 3 سال یعنی از سال 1304 تا 1306 هر وقت راجع به این راه در مجلس صحبتی می‌شد و یا لایحه‌ای جزء دستور قرار می‌گرفت من با آن مخالفت کرده ام. چون که خط خرمشهر بندرشاه خطی است کاملا سوق‌الجیشی و در یکی از جلسات حتی خود را برای هر پیشامدی حاضر کرده گفتم هر کس به این لایحه رأی بدهد خیانتی است که به وطن خود نموده است که این بیان در وکلای فرمایشی تأثیر ننمود. شاه فقید را هم عصبانی کرد و مجلس لایحه دولت را تصویب نمود. و در بادی امر نظریاتم این بود راه آهنی که ترانزیت بین المللی ندارد نه فقط در ایران بلکه در بسیاری از ممالک دیگر که عده ساکنین آن کم است و اجتماع فشرده ندارد مفید نیست و احتیاجات کشور را میتوان به وسیله سرویس‌های منظم باربری تأمین کرد، چنانکه همکنون در نقاطی که راه آهن نیست این کار میشود و از فقدان این راه کسی عدم رضایت ندارد. مدرک من در آن وقت گزارشی بود که اداره کل طرق و شوارع نسبت به درآمد 3 ساله راه آهن آذربایجان به مقامات موافق خود داده بود که در ظرف 3 سال از این راه بعد از وضع مخارج در حدود 33,000 تومان عاید دولت شده بود بدین قرار. سال 1300 20,683 تومان، سال 1301 4,583 تومان، سال 1302 7,806 تومان، جمع عواید 3 سال 33,072 تومان. از تحقیقاتی هم که بعد راجع به این خط نمودم به این نتیجه رسیدم که طول آن 30 فرسنگ و در هر فرسنگ در حدود 300,000 تومان به نرخ روز خرج شده است و جمع کل مخارج به 9 میلیون تومان بالغ شده بود که از قرار سود 110 میبایست در ظرف 3 سال 270,000 تومان داده باشد که 4% برای سود سرمایه و 6% دیگر به مصرف مخارج اداری و استهلاک رسیده باشد. در صورتی که مجموع عواید 3 سال 33,000 تومان بود به شرحی که گذشت. در جلسه 2 اسفند 1305 مجلس شورای گفتم برای ایجاد راه 2 خط بیشتر نیست. آنکه ترانزیت بین المللی دارد ما را به بهشت میبرد و راهی که به منظور سوق‌الجیشی ساخته شود ما را به جهنم و علت بدبختی های ما هم در جنگ بین الملل دوم همین راهی بود که اعلیحضرت شاه فقید ساخته بودند. در جلسه 9 اردیبهشت 1306 متمثل به این مثال شدم که شخصی گفت از درشکه‌های کرایه به تنگ آمده ام. هر کجا پیاده می شوم باید مدتی راجع به کرایه با صاحب درشکه بحث کنم. احتیاج شخص من هم آنقدر نیست که بتوانم از عهده خرج یک درشکه شخصی برایم. و او گفتند که یک درشکه تهیه کنید، هر وقت مورد احتیاج خودتان است از آن استفاده کنید و هر وقتی هم که احتیاج ندارید آن را کرایه دهید و قسمتی از مخارج خود را بدین طریق جبران نمایید. این مثال در راه آهن بین المللی کاملا صادق است و اکنون آنچه از این راه آهن ایران عاید می شود مبلغی در حدود 288 میلیون تومان است که 55% آن صرف هزینه‌های اداری که 15,000 کارمند و 20,000 کارگر از آن استفاده می کنند و 45% بقیه به مصرف تعمیرات رسیده است و از بابت سود سرمایه و استهلاک دیناری عاید دولت نشده و باری است که باید به دوش مالیات دهندگان گذارده شود. ساختن راه آهن در این خط هیچ دلیل نداشت جز اینکه می‌خواستند از آن استفاده‌ای سوق‌الجیشی کنند و دولت انگلیس هم در هر سال مقدار زیادی آهن به ایران بفروشد
و از این راه پولی که دولت از معادن نفت می‌برد وارد انگلیس کند و علت سرنگرفتن ذوب آهن در این مملکت همین منافع متعارضه انگلیس است که بعد از شاه فقید هم شاهنشاه از همان رویه پیروی فرمودند و علاقه‌مندی دولت انگلیس به فروش آهن به قدری است که بعد از 28 مرداد و سقوط دولت من، یعنی در 13 مهر ماه 1332 داخل پرانتز 5 اکتبر 1953 که ایدن دوره نقاهت خود را تمام نمود و باز در وزارت خارجه شروع به کار کرد، به دنیس رایت کاردار سفارت انگلیس در تهران امر نمود پیشنهاد فروش آهن را که در زمان تصدی من هیچ به ایران وارد نشده بود هر چه زودتر به دولت ایران تقدیم کند. و الحق که شاهنشاه هم در این باره هیچ فروگذار نفرموده و هر وقت که فرصتی به دست آورده‌اند به تکلیف وجدانی خود عمل فرموده‌اند و در آخر کتاب مأموریت برای وطنم در فصل 14 می‌فرمایند: تأکید کردم و از وزیر مسئول خواستم برای اتمام یکی از خطوط آهن تاریخ معینی را تعیین کند و جورج پنی، یکی از مدیران عالی رتبه شرکت یونایتد استیل، بزرگترین کنسرسیوم فولادسازی انگلستان، هم به ایران آمد تا بتواند به طور مستقیم با عده‌ای وزرا و سایر مقامات عالیه دولتی راه آهن راجع به فروش ریل مورد احتیاج و توسعه شبکه این راه وارد مذاکره شود. در آن روزهایی که لایحه راه آهن تقدیم مجلس شده بود، دولت از عواید نفت 14 میلیون و به تعبیر امروز در حدود 200 میلیون تومان ذخیره کرده بود که من پیشنهاد کردم آن را صرف ایجاد کارخانه قند بکنند و از خرید 22 میلیون تومان قند در سال که در آن وقت وارد کشور میشد بکاهند. چنانچه این پیشنهاد مورد قبول واقع شده بود، دولت می توانست بعد از 3 سال از کارخانه‌های قند بهره برداری کند و از واردات قند بکاهد و پولی که در ازای خرید قند به خارج می رفت صرف بهبودی حال کشاورزان مملکت کند. این پیشنهاد مورد توجه قرار نگرفت و مجلس به لایحه خط راه آهن جنوب و شمال رأی داد و با اینکه در خرید آهن از انگلستان و اتمام آن نهایت تسریع به عمل آمده بود و شاهنشاه در فصل 2 از کتاب مأموریت برای وطنم فرمودند مهندسین تصدیق می‌کنند که راه آهن سرتاسری ایران که پدرم از سال 1927 آغاز و در سال 1939 به پایان رسید، شاید جالبترین راه آهن طویلی باشد که با این سرعت ساخته شده است. از روز شروع ساختمان تا اتمام آن 12 سال طول کشید و صرف وقت شده است و چنانچه در ظرف این مدت عواید نفت به مصرف کارخانه قند رسیده بود، در رفع احتیاج از یک قلم بزرگ واردات گردیده بود و از عواید کارخانه‌های قند هم می توانست خط راه آهن بین المللی را احداث کنند که باز عرض می کنم هرچه کرده اند خیانت است و خیانت. 9. نمونه دیگری از طرز فکر خاص او آنکه روزی از رئیس دانشکده پزشکی که به مناسبی به رامسر سفر کرده بود درباره مسافرتش سوالاتی می کند. وی می گوید که هرچند در مسافرت به وی خوش گذشته ولی وضع راه‌ها بسیار بد و محتاج به مرمت اساسی است. مصدق از این اظهار نظر خشمگین شده. در پاسخ میگوید که اصولاً این قبیل مسافرت‌ها لزومی ندارد و بهتر است انسان در خانه خود استراحت کند و اصلاً به مسافرت نرود. بعضی اشخاص که از افکار غیر منطقی مصدق در این مسائل آگاهی داشتند، گفتند که شاید وی بیشتر شیفته دوران خوش سابق و زمانی بوده است که هنوز علوم و فنون ملل باختر اوضاع جهان را دگرگون نساخته بود و شاید مانند یک متفکر خیال پرست میل داشته است که عقربه ساعت ایران را به عقب برگرداند. اما این سخن نمیتواند ملاک تصدیق و قبول رویه مصدق باشد. زیرا این نحو فکر اگر از طرف یک نفر فیلسوف گوشه‌نشین اظهار شود ضرری ندارد، ولی اگر از طرف یک مقام سیاسی مسئول گفته شود که در جهان امروز کشوری را اداره می کند خطرناک و زیان‌آور خواهد بود. از این گذشته منفی بافی مصدق مربوط به علوم و اختراعات جهان غرب نبود، بلکه دامنه آن به کلیه امور و مسائل کشیده شده بود. مثلا وقتی به نخست وزیری رسید، برنامه ای را که من برای تقسیم املاک سلطنتی بین روستاییان فقیر داشتم متوقف ساخت.
در حالی که این برنامه یکی از بهترین وسایل عملی برای بالا بردن سطح زندگانی مردم عادی کشور بود. علت آن بود که مصدق نمیتوانست چنین عمل مثبت و اقدام مفیدی را تحمل کند و برنامه‌ای که برای بهبود و رفاه اجتماعی داشتم مورد علاقه وی نبود. تصور می کنم از اینکه برنامه توزیع املاک رضایت عمومی را جلب کرده دچار حسد شده بود و چون خود از ملاکین عمده بود و به دارایی خیش دلبستگی بسیار داشت، از اجرای برنامه تقسیم املاک سلطنتی احساس شرمساری می کرد. خوشبختانه قبل از اینکه مصدق بتواند این مخالفت را به مرحله عمل برساند، سقوط کرد. و در فصل دیگر بیان خواهم کرد که چگونه پس از سقوط وی این برنامه مجدداً احیا گشت و مواد آن توسعه یافت. عرض جواب: در یکی از روزهای خرداد 1334 که نمایندگان مجلس شورای ملی به پیشگاه ملوکانه شرفیاب شدند، راجع به تقسیم املاک سلطنتی فرمایشی فرمودند که در شماره 25 خرداد روزنامه پست تهران منتشر گردید که من در لشکر دوی زرهی زندانی بودم و نتوانستم از خود در جرائد دفاع کنم. این بود که خواستم از لایحه‌ای که برای تقدیم به دیوان عالی کشور تهیه میشد استفاده کنم و نظریات خود را در آنجا نگاشتم و چون دیوان کشور مرا برای دفاع از خود احضار ننمود، لایحه داده نشد و نظریاتم منتشر نگردید و باز چون در احمدآباد زندانی هستم و نمیتوانم در جراید از خود دفاع کنم، آن را در بخش دوم این کتاب قرار داده‌ام، مگر اینکه مطمئن شویم تشکیلات و مقررات بعدی در صلاح جامعه تمام شود، نه بر ضرر. تقسیم فعلی محصول بین مالک و زارع روی اجرت کار قرار گرفته است، بدین طریق که در اراضی حاصلخیز سهم زارع کمتر و در اراضی متوسط و یا غیر مستعد سهم او به همین تناسب بیشتر است و من باب مثال در اراضی حاصلخیز سهم زارع به نصف از محصول و در متوسط به 3/5 و در اراضی غیر مستعد حتی به 4/5 از محصول بالغ می شود. و تقسیم اخیر در نقاطی معمول است که زراعت از آب باران مشروب می گردد و در زراعت دیم زارع باید بذر را در مساحتی معادل 3 برابر زمین آبی کشت کند تا بتواند بهره ای از آن ببرد و چنانچه باران نیاید چیزی عایدش نمی شود. حال باید دید اگر بتوانند مساحت تمام قرائع کشور را که فعلاً به واسطه نبودن وسایل غیر عملی است تعیین کنند و سهم هر زارعی را در یک نقشه معلوم نمایند، آیا مالکین جزء می توانند از عهده آبادی املاک برآیند و ماشینالات فلاحتی مورد احتیاج را تهیه نمایند؟ آیا می توانند در این سالها که مملکت دچار خشکسالی است و آب قنوات رو به کاهش می رود، در پیش کار قنوات کار نو حفر نمایند؟ اکنون 12 سال است که در هر سال چند پارچه از املاک سلطنتی بین زارعین تقسیم و اسناد مالکیت آنها با یک تشریفات خاصی به آنان داده شده است و باز سالهای بسیار لازم است تا طی همین تشریفات این املاک بین زارعین تقسیم شود. چنانچه موضوع شکایت این است که تقسیم محصول بین زارعین و مالک عادلانه نیست، چه بی‌عدالتی از این بیشتر که املاکی بین یک عده تقسیم شود و ساکنین املاک دیگر شاهنشاهی سالیان دراز از این نعمت محروم باشند. و باز چه بی‌عدالتی از این بالاتر که مالکین املاک شاهنشاهی مالک بشوند و مالکین املاک دیگر نشوند و از این نعمت محروم بمانند. و باز چه بی‌عدالتی از این بیشتر که اعلیحضرت شاه فقید 5600 رقبه املاک مردمی از هر طبقه را به زور و بدون اینکه حتی یک اعلان ثبت در روزنامه‌های وقت منتشر شود مالک شده باشند و اعلیحضرت محمد رضا شاه پهلوی به عنوان ارث پدر این املاک را به زارعین بفروشند و وجهی بدین طریق بر ثروت خود اضافه کنند.
موضوع شکایت زاره از مالک این بود که مالک نفع بیشتری می برد و از زاره نیز به بعضی عناوین از قبیل بیگاری و پاره‌ای رسومات محلی سوء استفاده می نماید که برای رفع شکایت چنین قرار شد: از کل سهم مالکانه بدون اینکه چیزی بابت خرج حساب شود 20% برای استفاده کشاورزان و امور عمرانی کسر کنند و مرسومات محلی هم از هر قبیل و هر چه که بود به کلی متروک گردد. آن زارعی که مدت 2 سال زمامداری من نتوانست از این قانون استفاده کند، یعنی 10% از یک محصول موجودی که در تصرف خود او بود ببرد، چطور میتواند اگر ملک تقسیم شد آن را آباد کند و محصولی از آن ببرد که مالک فعلی نتوانسته است برداشت نماید؟ در املاکی که از آب قنات مشروب می شود بسیار دیده شده کثرت عده مالکین سبب شده است که در قنات کار نکنند و ملک از حیز انتفاع بیفتد و بعد یکی از مالکین سهم سایرین را خریداری کند و در صدد آبادی برآید. از تقسیم املاک اگر مقصود این است مملکت آباد شود، تقسیم املاک این نظر را تأمین نمی کند. در این عصر که باید از ماشین‌های فلاحتی استفاده نمود، چگونه ممکن است یک عده زارع غیر موافق و بی سرمایه بتوانند ماشین‌های مورد احتیاج را فراهم نمایند و در این سالهای خشک که آب قنوات رو به کاهش می رود و در بعضی از محلها قنات خشک شده است، زمین در املاک مجاور خریداری کنند و پیش کار قنات را امتداد دهند. در ایران اول شرط آبادی آب است. زمین بی آب در همه جا هست و تقسیم آن بین یک عده سودی ندارد و مانعی هم ندارد. برای تقسیم املاک بین زارعین و رفاهیت فعلی آنان کسر 20% از سهم مالکانه سبب خواهد شد کمتر کسی پیرامون مالکیت بزرگ برود و به تدریج املاک بسیاری که اکنون در مالکیت عده‌ای قلیل قرار گرفته است بین عده‌ای کثیر تقسیم شوند. مشروط بر اینکه 10% و سهم کشاورزان را از مالک بگیرند و در حلق آنان بریزند و 10% عمران را فقط برای باسواد کردن کشاورزان به کار برند تا آنان فهمی پیدا کنند و اجرای هر قانونی را که در نفع خودشان وضع می شود بخواهند و یک قانونی هم تصویب شود هر مالکی که دست از تحمیلات سابق نکشید و نسبت به زارعین و ساکنین ملک برخلاف قانون رفتار نمود، پس از ثبوت معادل 1 عشر مالیاتی که در آن سال می‌دهد به عنوان جریمه بپردازد. 10. منفی بافی مصدق به مسائل مربوط به دفاع کشور و امنیت داخلی نیز کشیده شده بود و بارها به من میگفت که چون ایران از تجاوزات دول بزرگ صدمه ها دیده است بنابراین هرگز نباید برای دفاع کشور کوشش بشود. وی میل نداشت این نکته در خارج از ایران انعکاس پیدا کند و فقط میخواست در داخل ایران مسلم باشد که اگر دولتی به مسخر کردن ایران اقدام کند ما نباید مقاومت به خرج دهیم. وی این فکر را در مورد شورش‌ها و آشوب‌های داخلی نیز نه تنها تبلیغ می‌کرد بلکه عملاً نیز از آن پیروی می‌نمود. مصدق در زمان نخست وزیری خود طی سالهای 1331 و 1332 هنگامی که افراد منتسب به حزب توده و سایر آشوبگران نظم پایتخت و سایر شهرهای بزرگ را مختل می‌کردند هیچ گونه قدمی برای جلوگیری آنها بر نداشته و طرز عملش این بود که در این گونه آشوب‌ها چند تانک و کامیون حامل سربازان مسلح در نقاط مختلف تهران مستقر می‌کرد ولی آنها را از هر گونه اقدام مؤثری منع می‌نمود و به همین جهت شورش و غارت و زد و خورد در خیابان‌ها در برابر چشم مأمورین انتظامی برپا بود ولی به دستور مصدق آنها فقط ناظر و تماشاگر وقایع بودند. بالاخره عده‌ای از طرفداران سرسخت مصدق نتوانستند بی‌قیدی وی را در مسئله آشوب و غارتگری که هر روز توسعه پیدا می‌کرد تحمل کنند و دریافتند که مصدق عمدن یا از روی نادانی کشور را به کمونیسم تسلیم خواهد نمود. عرض جواب:
قسمت اول این فرمایشات گفته های من نیست و دور از انصاف است که شاهنشاه به من چنین نسبت‌هایی بدهند. من هیچ وقت از دفاع برای مصالح مملکت سر نزده‌ام و تا آنجا که از یک فردی برآمده است از وطن عزیزم دفاع کرده‌ام و اکنون نیز با اعمال دولی که به عنوان جلوگیری از تسلط کمونیسم خود این کشور را مسخر کرده‌اند و از آزادی و استقلال جز اسم چیزی برای ایران باقی نگذارده‌اند مخالفم. پیشرفت کمونیسم در دنیا معلول دو علت است. یکی فرق فاحشی است که بین زندگی عده‌ای قلیل با عده‌ای کثیر وجود دارد و دیگری یأس وطن پرستان از توحید مساعی دول استعمار با اشخاص دزد و نادرست در نفع خودشان. و بهترین دلیل این که در کشورهای آمریکا و انگلیس و دول اسکاندیناوی و سوئیس که این توحید مساعی نیست، کمونیسم فرق فاحشی نکرده است و پیشرفت این عقیده در بیشتر ممالکی محسوس است که دول استعمار برای انجام مقاصد خود با اشخاص دزد و نادرست و خائن مملکت توحید مساعی کرده اند. AvageBook.com خاطرات و تعلمات دکتر محمد مصدق. گوینده نسیم. تولید و پخش فایل صوتی کتابخانه اینترنتی آوای بوف. AvageBook.com 12. سجیه غیر منطقی مصدق همیشه او را وادار به اعمال عجیب و غریب می کرد. اولین باری که به این سجیه وی توجه پیدا کردم در هنگام جنگ بین المللی دوم و اشغال ایران به وسیله قوای متفقین بود. در آن موقع از طرز دخالت متفقین در امر انتخابات و تعیین نمایندگان بسیار ناراحت و مکدر بود، زیرا مأمورین آنها صورتی از نامزدهای خود تهیه می‌کردند و به نخست وزیر وقت می‌دادند و او را در فشار می‌گذاشتند که حتما نامزدهای مجبور به نمایندگی انتخاب شوند. چون این مسئله برای من تحمل ناپذیر بود، به خاطرم رسید درباره نحوه جلوگیری از این رویه شرم‌آور با مصدق مشورت کنم، زیرا در آن زمان روابط من با وی که از خدمتگزاران محترم کشور به شمار می آمد و با هر گونه نفوذ خارجی در ایران مخالفت داشت خوب بود و فکر می کردم اگر او را طبق مقررات قانون اساسی به نخست وزیری منصوب و مأمور تشکیل دولت کنم، ممکن است تقاضا کند انتخابات جدیدی که به طور یقین از نفوذ بیگانگان دور باشد در کشور به عمل آید. بدین جهت او را احضار کردم و فکر خود را با وی در میان نهادم. مصدق در جواب اظهار نمود که با 2 شرط مسئولیت زمامداری را قبول خواهد کرد. وقتی پرسیدم آن 2 شرط چیست، گفت اول گماشتن مأمورین مسلح برای حفظ شخص اوست. این شرط را بلافاصله قبول کردم. آنگاه گفت شرط دومم موافقت قبلی انگلیسی ها نسبت به این نقشه است. از این شرط بسیار متحیر شدم. پرسیدم روس‌ها چطور؟ جواب داد آنها اهمیتی ندارند و فقط انگلیسی ها هستند که نسبت به هر موضوعی در این مملکت تصمیم میگیرند. از شنیدن این عبارت به او پرخاش نموده و استدلال کردم که پدرم هیچگاه عادت نداشت در اجرای تصمیمات خود موافقت انگلیسی ها را جلب کند. این دلیل در مصدق اثر نکرد و به من گفت هنوز جوانم و اطلاعاتم در مسائل سیاسی کم است و اصرار داشت که فقط به شرط موافقت انگلیسی ها با من همکاری خواهد کرد. این طرز فکر و رویه را خطرناک یافتم. با وجود آن می دیدم باید وضع حساس کشور را هم در نظر گرفت که در چنگ نیروهای اشغالگر افتاده و می توانند در هر امر داخلی ما مداخله کنند و در موقع بحران میهن پرستی مصدق و محبوبیتش که بین مردم دارد برای کشور محترم است
بنابراین با کمال اکراه گفتم کسی را نزد سفیر انگلیس در تهران خواهم فرستاد و قصد خود را به او اطلاع خواهم داد. ولی برای اینکه درخواست مصدق را که فقط با سفیر انگلیس مشورت بشود نپذیرفته باشم، به او گفتم کسی را نیز به سفارت روس یعنی کشور اشغالگر دیگر خواهم فرستاد که آنها را نیز از این نیت مستحضر سازد. روز دیگر مأمورین من نتایج ملاقات خود را با 2 سفیر گزارش دادند. سفیر کبیر انگلیس که در آن زمان سر ریدر بولارد بود با این برنامه موافقت نکرد و مدعی شده بود که انتخابات عمومی جدید در آن موقع ایجاد تشنج خواهد نمود، ولی باید بگویم که سفیر کبیر روس هیچ گونه مخالفتی در این باره ابراز نداشته بود و رویه وی با مقایسه به روشی که روس‌ها بعداً پیش گرفتند موجب مسرت بود. پس از حصول اطلاع از نظر 2 سفیر به دکتر مصدق تلفن کردم و جریان مذاکرات را به او گفتم. او در پاسخ من تنها سپاسگزاری کرد و دیگر صحبت ما و علاقه وی به تجدید انتخابات پایان یافت و نظر من برای انتصاب وی به نخست وزیری متوقف ماند. عرض جواب: تصور می کنم آن روز مرتبه 3 بود که حضور شاهنشاه رسیدم و این مذاکرات وقتی صورت گرفت که انتخابات دوره 14 تقنینیه در همه جا تمام شده بود و از آراء تهران عده قلیلی باقی مانده بود که خوانده نشده بود و قبل از این شرفیابی می شنیدم از انتخابات من به نمایندگی اول تهران در مجلس 14 اظهار رضایت نمی فرمایند و حق داشتند، چون که این انتخابات اظهار تنفری بود که از طرف مردم نسبت به اعمال شاه فقید شده بود. یعنی آن کس که شاه می‌خواست او را در زندان بیرجند از بین ببرد، مردم تهران به نمایندگی اول خود در مجلس انتخاب کردند. چنانچه در مقابل فرمایشاتی که فرمودند متعذر می شدم و می گفتم قانون اجازه نمی دهد شاه نخست وزیر را عزل و مرا به جای او نصب کنند و دولت نمی تواند آرایی که مردم از روی عقیده و ایمان به یک عده داده و آنان را به سمت نمایندگی خود انتخاب کرده اند باطل نماید هیچ اثر نداشت، چون که بعد از 20 سال تصدی مقام سلطنت هنوز هم اعلیحضرت قبول نفرموده اند فرق حکومت استبداد با حکومت مشروطه چی است؟ در استبداد شاه هرچه می‌خواست می‌کرد و در مشروطه شاه جنبه تشریفاتی دارد و مجلس است که می‌تواند به نمایندگی از طرف ملت هر تصمیمی را که صلاح بداند اتخاذ کند و شاه هم آن را امضا نماید. نظر به اینکه از زندان بیرجند به وساطت شاهنشاه نزد پدر تاجدار خود آزاد شده بودم، البته نمیخواستم طوری جواب عرض کنم که از من رنجشی حاصل فرمایند. این بود عرض کردم تصدی من در کار در این موقع که قشون بیگانه مملکت را اشغال کرده بسته به این است که سفارت انگلیس با تصدی من مخالفت نکند و یقین داشتم با تجربیاتی که آن سفارت از من کرده بود در شیراز مخالفتم با کودتا، در تصدی وزارت خارجه مخالفتم با ادعای مالکیت انگلیس در جزایر ابو موسی و شیخ شعیب در خلیج فارس، مخالفتم در مجلس 5 با ماده واحده که در این باره لازم است آنچه پیش آمده عرض کنم. یکی از روزها که در سفارت انگلیس به نهار دعوت داشتم و بر حسب اتفاق صحبت از جار و جنجالی پیش آمد که در تهران بر علیه سلسله قاجار برپا شده بود، سرپرستی لورن وزیر مختار انگلیس و یکی از دوستان من اظهار نمود اگر این سلسله از بین برود یگانه کاندید ما شخص رضاخان سردار سپه رئیس الوزراء خواهد بود که چند روز بعد بر حسب اتفاق بین رئیس دولت و من ملاقاتی دست داد و از بیانات وزیر مختار ایشان را مطلع کردم که حالت خوشی دست نداد و ناراحت شدند. و روز بعد مشاورالملک وزیر خارجه به خانه من آمد و گفت آمده ام جواب پیغامی که از وزیر مختار برای رئیس دولت آورده اید بدهم و از شما خواهش کنم آن را به سرپرستی لورن برسانید. گفتم تا کنون پیغامبری نکردم. وزیر مختار با من دوست بود و مطالبی گفت که خواستم آقای رئیس الوزراء را از نظریات سفارت مطلع نمایم و این اطلاعاتی که از نظر وزیر مختار داشتم مانع نشد از اینکه در جلسه 9 آبان ماه 1304 مجلس شورای ملی راجع به خلع سلسله قاجاریه آنچه در صلاح مملکت می‌دانستم اظهار ننمایم. 13.
در خلال این احوال شرکت‌های نفت آمریکایی و انگلیسی برای کسب امتیازات بیشتری از نفت جنوب اظهار علاقه می‌کردند و اتحاد جماهیر شوروی که امتیازی در شمال ایران می‌خواست و این مسائل به وجهه ملی مصدق افزود، زیرا در سال 1323 مجلس طرحی را که وی تهیه کرده بود تصویب نمود. به موجب آن دولت از دادن هر گونه امتیاز نفت بدون اطلاع و اجازه مجلس شورای ملی ممنوع گردید. این طرح بسیار به موقع ولی در این حال یکی از شواهد بارز روش منفی مصدق بود. پس از خاتمه جنگ مصدق کوشش کرد گروهی افراطی که خود را ناسیونالیست قلمداد می‌کردند به اسم جبهه ملی تشکیل دهد و به تدریج افراد گوناگون از متعصبین مذهبی و دانشجویان و کسبه بازار و سوسیالیست‌ها به دور او جمع شدند. در ظاهر این ادعا یک عامل مشترک یعنی نفرت از بیگانگان و نفوذ اجانب به هم پیوست می‌داد. این دسته در اجرای برنامه‌های منفی ضد اجنبی با یکدیگر همکاری می‌کردند. ولی چندی بعد که دیگر نمی‌شد احتیاج ملت ایران را به عملیات مثبت انکار کرد، این دسته محکوم به شکست و اضمحلال گردید. عرض جواب: هر کس دم از آزادی و استقلال می‌زد، چون مخالفت با مصالح استعمار بود، عمال بیگانه او را افراطی قلمداد و متهم می‌کردند به مرام کمونیستی و غیر از این هم راهی برای اینکه عمال استعمار بتوانند وظایف خود را انجام دهند نبود. ولی طرح قانونی من برای جلوگیری از امتیاز نفت چون در نفع مشترک بود و دول استعمار می توانستند از آن به نفع خود استفاده کنند، در صلاح مملکت تشخیص داده شد و به وجهه ملی من که قبلا منکر آن بودند افزود و فداکاری ملت ایران برای ملی شدن صنعت نفت چون به ضرر استعمار صورت گرفته بود، در نتیجه کودتای 28 مرداد از بین رفت و وجهه من را هم از بین برد. 14. در سالهای قبل از ملی شدن صنعت نفت، شرکت نفت ایران و انگلیس افکار عمومی ایران را ناشنیده گرفته و نسبت به آن بی‌اعتنایی شگفت‌آوری ابراز می‌داشت. ولی جریان وقایع ثابت کرد که این رویه کاملاً برخلاف منافع شرکت مزبور بود، چنانکه اقدامات و عملیات مصدق نیز در دوره نخست وزیری وی به ضرر خود و کشورش تمام شد. شرکت نفت در آن موقع خوب می‌دانست که حق السهمی را که شرکت‌های بزرگ غربی برای تحصیل امتیاز نفت از شرکت‌های عربستان سعودی و بعضی کشورهای آمریکای مرکزی و جنوبی پذیرفته بودند، از میزانی که در قرارداد ما با شرکت نفت معین شده بسیار مساعدتر بود. به علاوه از عدم رضایت ما نسبت به مالیات‌های گزاف و بیش از حد تناسبی که شرکت به دولت انگلستان از عواید نفت میداد و مبلغ آن از حق الامتیازی که به ایران داده میشد نیز خیلی زیادتر بود، آگاهی کامل داشت و همچنین به خوبی میدانست که ما از عمل شرکت که قیمت عمده درآمدی را که از ایران به دست می آورد در سایر نقاط دنیا صرف هزینه توسعه استخراج نفت می‌کرد بسیار ناراضی هستیم. با وصف این مسائل شرکت نفت به اعتراضات ما توجه نکرده و سرمایه عظیم خود را که در ایران داشت به خطر انداخته بود. دولت انگلیس هم که می‌توانست شرکت را وادار به اتخاذ رویه معتدل‌تر و عاقلانه‌تری نماید، در این راه قدمی بر نداشت و نتیجه آن این بود که شرکت نفت و دولت انگلیس احساسات ملی ایران را شعله‌ور ساختند و باعث تقویت جبهه ملی و نفوذ عوام فریبانه مصدق و مردم گردیدند و هیجان برای ملی شدن صنعت نفت شروع گردید. رزمارا نخست وزیر وقت با این وضع موافق نبود و امید داشت که بتواند قضیه را در محیط دوستانه با شرکت نفت حل کند، ولی مصدق و یارانش بر علیه نخست وزیر و بیگانگان تظاهرات شدید کردند و بالاخره روز 16 اسفند 1329 یکی از اعضای دسته متعصب فدایان اسلام که از مصدق پشتیبانی می‌کرد، نخست وزیر را که برای شرکت در مجلس ترحیم یکی از روحانیون
وارد صحن مسجد شاه میشد، ناجوان مردانه به قتل رسانید. چند روز بعد مجلس شورای ملی قانون ملی شدن صنعت نفت را که من کاملا با آن موافق بودم تصویب نمود. عرض جواب: به ضرر من صحیح است، چون که هرچه داشتم به غارت رفت و متجاوز از 8 سال هم هست که از نعمت آزادی محرومم و اکنون در این قلعه محبوس و به تماشای دیوار آن مشغولم. به ضرر ایران صحیح نیست، چون که قبل از ملی شدن صنعت نفت دولت از این امتیاز در حدود 16 میلیون لیره در سال استفاده می‌نمود و اکنون درآمد دولت به 50 میلیون لیره بالغ شده است و رفتار شرکت هم با اتباع ایران مثل رفتاری بود که یک انسان با حیوانی بکند و اکنون فرق کرده است و مثل سابق نیست. شرکت نفت خوب می‌دانست آنچه به ایران می‌دهد عشری از اعشار درآمد نفت نیست و برای ادامه همین رویه دولت دیکتاتوری تأسیس شد و 32 سال بر سوء استفاده شرکت افزود. در دوره 14 تقنینیه کافتارادزه برای تحصیل امتیاز معادن نفت شمال به تهران آمد. من از موقع استفاده کردم و مضرات امتیاز نفت جنوب را که عده قلیلی از آن بیشتر اطلاع نداشتند به استحضار ملت ایران رسانیدم. بر روی همین اطلاعات بود که قرارداد گس گلشاهیان راجع به حق الامتیاز 50-50 از تصویب مجلس نگذشت و قاتل رزمارا هم هر کس بود رفع زحمت از اعلیحضرت کرد، چون که چند روز قبل از این واقعه می‌خواستند مرا به جای او نصب فرمایند که زیر بار نرفتم و معذرت طلبیدم و قاتل کار خود را کرد. چنانچه شاهنشاه با قانون ملی شدن صنعت نفت موافق بودند، هرگز با تصمیمات جلسه پایگاه آلپ راجع به کودتا و سقوط دولت من موافقت نمی‌فرمودند و می‌گذاشتند چندی من سر کار بمانم تا ملت رنجیده ایران به جای 50-50 عواید ساختگی به 100 عواید حقیقی برسد. 15. من به جای سپهبد رزمارا حسین اعلی را که از سیاستمداران مورد احترام و دارای سابقه طولانی بود به نخست وزیری برگزیدم. حسین اعلی طرفدار راه حل مسالمت‌آمیز بود که بتوان در عین ملی شدن صنعت نفت تأسیسات و استخراج و بهره برداری را با کمک متخصصین خارجی اداره کرد و به کار ادامه داد. ولی افراطیون با چنین قراردادی موافق نبودند و عده‌ای آشوبگر به مناطق نفتی جنوب اعزام شدند که در میان کارگران تشنج و هیجان کنند. حزب توده نیز در عین غیرقانونی بودن باز تشکیل شده بود و با آشوبگران دستیاری کرد. در نتیجه چند نفر از مردم و 3 نفر از اتباع انگلیسی به قتل رسیدند و شرکت نفت عملیات خود را قطع کرد و پرداخت کلیه وجوهی که از این ممر به دولت می رسید قطع گردید. عرض جواب: چه خوب بود که فرموده بودند نظر مبارکشان از حل مسالمت‌آمیز چه بود. چنانچه مقصود این بود که از معادن نفت به وسیله متخصصین خارجی بهره برداری شود، من خواستم این کار را بکنم که آنان حقوق بگیرند و به حساب ملت کار بکنند. زیر بار نرفتند و چنانچه از حل مسالمت‌آمیز نظر این بود که امتیاز ادامه پیدا کند و شرکت کماکان به حساب خود از معادن نفت بهره برداری نماید که ملت فهمیده بود و فریب نمیخورد. 16. مصدق به مردم وعده داده بود که دوره فراوانی و رفاه فرا میرسد و هزینه آن از درآمد نفت که قانوناً حق ایران است تأمین خواهد شد و هر روز 1 میلیون لیره از شرکت به عنوان درآمد خواهد گرفت. با این وعده ها کسی نبود که دیگر با او مخالف باشد، زیرا قول میداد که ثروت سرانی هر فرد ایرانی را تأمین کند و با نفوذ خارجی مبارزه نموده و حقوق ایران را حفظ نماید. بنابراین تعجبی نداشت که طبقات مختلف از دانشجو و بازرگان و کاسب و کارگر دور او را بگیرند و تحت رهبری وی درآیند. مصدق با چنین وعده‌ها وجهه خاصی پیدا کرد و اعلی که بیش از 2 ماه از زمامداری وی نگذشته بود از کار کناره گرفت. من مصدق را به نخست وزیری منصوب نمودم و در آن هنگام کسی نبود که بتواند در برابر وی ایستاده و با او برای احراز این مقام رقابت نماید. اکنون دیگر فرصت بزرگ برای مصدق فرا رسیده بود، زیرا بیش از حد خودش در نیل به آرزوها و رویاهای امیدبخش خود و دستیارانش کامیاب گشته
و مدتی در حدود 2 سال در جلوی خیش داشت و می توانست از این فرصت به حد کفایت استفاده کند و از حمایت و پشتیبانی من با آنکه یک چنین حمایتی ملال‌انگیز بود برخوردار باشد. اینک باید دید مصدق چه کرد و چه مصیبت بزرگی برای مردم این کشور ایجاد کرد. عرض جواب: آنچه گفته میشد برخلاف حقیقت نبود و احتیاج به وقت داشت تا حقیقت معلوم و روشن شود، چنانچه دستخط عزل من صادر نمیشد و شرکت متکی به الطاف شاهانه نبود. هر چه زودتر معلوم میشد که گفته های این جانب تا چه حد به حقیقت نزدیک شده بود. 17. در آن هنگام دولت انگلیس اعلام داشت که نیروی چترباز خود را به قبرس روانه خواهد نمود و شهرت یافت که نیرو برای اعزام به ایران آماده می شود. رزم ناو انگلیسی به نام موریشوس روبروی آبادان لنگر انداخت و شایع بود که قسمت دیگری از نیروی دریایی انگلیسی به سوی آبهای ایران به حرکت درآمده است. سفیر کبیر انگلیس را احضار کردم و به او خاطر نشان ساختم که اگر دولت انگلستان قصد تجاوز به حق حاکمیت ایران داشته باشد، من شخصا نیروی ایران را رهبری کرده و در برابر هر تجاوزی ایستادگی خواهم نمود. سیاست مزبور به علت این اظهارات صریح من یا به علل دیگر صورت عمل پیدا نکرد. عرض جواب: دولت انگلیس تصور کرده بود در رأس دولت شخصی است بزدل و ترسو و به تهدید میتوانند آنچه میخواستند به دست آورند. چون دیدند اثر نکرد، چاره نبود جز اینکه شاهنشاه سفیر را احضار کنند و فرمایشاتی بفرمایند که دولت انگلیس به پاس احترام مقام سلطنت رزم ناو موریشوس را از بندر ایران دور کند. 18. مصدق نیز می توانست برای به دست آوردن راه حل مثبت در مسئله اختلاف نفت چین رویه محکم و صریحی را پیش بگیرد. ولی ابتکار عمل را به شرکت نفت گذاشته و تمام وقت خود را صرف مبارزه ناشیانه با شرکت سابق نمود و نسبت به تأثیری که اقدامات او به حال کشور داشت بی‌اعتنا مانده و تا روزی که از مقام نخست وزیری معزول گردید یک قدم به حل مسئله نزدیکتر از روز نخست وزیری نشده بود. شورای امنیت سازمان ملل متحد و بانک بین المللی و دادگاه بین المللی و پرزیدنت ترومن و بعد از او پرزیدنت آیزنهاور و چندین مؤسسه جهانی و مأمورین وابسته به آنها سعی کردند که در مورد اختلاف موجود راه حلی پیدا کنند، ولی نتیجه نبخشید، زیرا مصدق که معلن در دست مشاورین خود و هم مقهور افکار لجوجانی خیش واقع شده و رویه منفی که پیش گرفته بود امکان هر گونه توافق را از بین برده بود و به جای آنکه وقت خود را به اصلاحات و عمران کشور صرف کند به پرخاشجویی می‌گذراند و چنان که گفته خواهد شد خواهیم دید که برای ادامه زمامداری خود حاضر به چه اقدامات و اعمالی گردید. مصدق در سیاست خود نسبت به دولت انگلیس و شرکت سابق نفت مرتکب 2 اشتباه عظیم گردید. یکی این که اعتقاد راسخ داشت که دنیا بدون نفت ایران قادر به ادامه حیات اقتصادی و صنعتی خود نیست و به همین مناسبت استدلال می‌کرد که به زودی شرکت سابق و سایر حامیان آن در مقابل وی به زانو درآمده و تسلیم خواهند شد. ولی وقتی که تولید نفت در ایران متوقف شد، سایر کشورهای نفتخیز به منظور جبران این کسر میزان تولید خود را بالاتر بردند. زیرا چون در جهان امروز کشورهای نفتخیز متعددی وجود دارد، دیگر برای یک کشور امکان انحصار تولید نفت نخواهد بود و در حقیقت دشواری تولید نفت درست عکس چیزی است که مصدق و دستیاران او تصور می‌کردند. زیرا پس از سقوط مصدق که مجدداً نفت ایران جریان یافت، بازارهای جهان دچار زیادی عرضه نفت بود و به همین جهت چندین کشور مجبور شدند مقدار تولید خود را روی ایجاد تعادل عرضه و تقاضا تقلیل دهند. علت آنکه مصدق و یارانش چنان غیر مطلعانه رفتار کردند به نظر من این است که تصور می‌کرد نفت ایران را می‌تواند بدون کمک و استعانت خارجیان به بازار جهان عرضه نماید. در آن زمان ایران حتی دارای یک کشتی نفتکش نبود.
سازمان فروش بین‌المللی نفت نیز نداشت. در فصل دیگر شرح رویه عملی که من و دولت برای تهیه کاروان کشتی نفتکش و ایجاد وسایل فروش نفت در خارج ایران اتخاذ کرده ایم داده خواهد شد. مصدق از یک طرف با کلیه شرکت‌ها و مؤسسات بزرگ قطع رابطه نموده بود و از طرف دیگر وسایل مؤثری برای حمل و نقل و فروش نفت که ما را از سازمان‌های خارجی بی‌نیاز کند فراهم نیاورده و خود را دچار وضع غیر قابل تحملی قرار داده بود. هنگامی که صنعت نفت در ایران ملی اعلام و مصدق به نخست وزیری منصوب گردید، دولت انگلیس و شرکت نفت معال کار خود را اندیشیده و سیاست قبلی خود را تغییر دادند و اصل ملی شدن را رسما پذیرفتند و دیری نگذشت که هیئت استوکس را به تهران اعزام داشتند. در آن موقع دولت انگلیس موافقت نمود که کلیه درآمد نفت بالمناسبه 50-50 بین دو کشور تقسیم شود و اگر مصدق به مذاکرات حسابی و معقول موافقت کرده بود، هموطنان من از محرومیت‌های اقتصادی و مخاطرات ناشی از آن در امان می‌ماندند. من هنوز تصور می‌کنم که شخص مصدق با وجود تمام لجاج و استبداد، رأی خطرناکی که داشت تا حدی مایل بود که بین طرفین توافق نظر حاصل شود، ولی نسبت به مشاورین او سخت مشکوکم و گمان می‌کنم که عده‌ای از آنها با اشتیاق تمام امیدوار بودند که کوچکترین راه حلی پیدا نشود تا کشور با شکست اقتصادی مواجه و در نتیجه تحت استیلای خارجی قرار بگیرد. این نوع ناسیونالیسم منحرف را در فصل بعد تشریح خواهم نمود. عرض جواب: مبارزه ای که ملت ایران نمود از نظر تحصیل پول نبود، بلکه برای به دست آوردن آزادی و استقلال تام بود و نظر به اینکه حل مسئله نفت با شرکت انگلیس مخالف عقیده ملت ایران و آزادی خواهان بود که سالها ابراز شده بود، از شخص من ساخته نبود که بازپای شرکت نفت را در معادن ایران باز کنم و افکار عمومی کشور را ندیده بگیرم. فرض کنیم که غرب احتیاج به خرید نفت از ایران نداشت، پس چاره منحصر به فرد این بود که ملت ایران خود در استخراج نفت اقدام کند و یک ملت آزاد بتواند هر طور که صلاح کار خود را بداند عمل کند. چه بسیار از دول که درآمد از نفت ندارند ولی از آزادی و استقلال و یک زندگی شرافتمندانه برخوردارند. پذیرفتن اصل ملی شدن صنعت نفت و بهره برداری شرکت انگلیس از معادن نفت دو موضوعی است متضاد که غیر از شخص شاهنشاه هیچ فردی قادر نیست آن دو را با هم جمع کند. اگر صنعت نفت ملی شده، دخالت یک شرکت خارجی مورد نداشت و چنانچه شرکت خارجی کماکان در بهره برداری از معادن دخالت کند، صنعت نفت ملی نشده. وضعیت همان است که بود. قبل از آمدن استوکس به ایران، شرکت سابق نفت با پرداخت 50-50 موافقت کرده بود، ولی مجلس 15 از نظر افکار عمومی نتوانست آن را قبول کند و رد نمود. قرارداد 50-50 و بالاتر از آن 75-25 که شاهنشاه آن را بزرگترین خدمتی می‌دانند که به مملکت فرموده اند ارزشی ندارد، چون که دولت در عمل بهره برداری دخیل نیست و شرکت هر قدر که خواست به دولت بدهد عایدات را به همان نسبت قلمداد می‌نماید و کماکان دولت و ملت هر دو تحت استیلای خارجی خواهند بود. 19. هنگامی که مصدق پیشنهادهای هیئت استوکس را رد کرد، شرکت سابق نفت و دولت انگلیسی هر یک به طور جداگانه به دادگاه بین‌المللی لاهه شکایت کردند و هر دو در عرض حال خود به قرارداد 1312 که دولت پدرم با شرکت سابق منعقد نموده بود و تا موقع ملی شدن نفت بر طبق آن عمل میشد استناد جستند. بر طبق قرارداد مزبور، در صورت بروز اختلاف بین ایران و شرکت نفت بایستی قضیه به حکمیت رجوع شود و به همین دلیل از دیوان داوری لاهه تقاضا شده بود که به اتکاء ماده مزبور به حکمیت یک نفر داور تعیین نمایند، ولی مصدق دادگاه بین‌المللی را در این مورد واجد صلاحیت ندانست و در نتیجه دولت انگلیس قضیه را به شورای امنیت سازمان ملل متحد احاله داد.
شورای مزبور پس از مذاکرات زیاد در مهر ماه 1330 مقرر داشت که قضیه مسکوت مانده و مورد شور قرار نگیرد تا دادگاه بین المللی درباره صلاحیت یا عدم صلاحیت خود در دعوای مزبور اظهار نظر نماید. هنگامی که مصدق برای اقامه دعوای ایران در شورای امنیت به نیویورک رفته بود، من به منظور تشویق تلگرافی به وی مخابره کردم که به شرح زیر به من پاسخ داد. از نیویورک 21 اکتبر 1951 پیشگاه اعلیحضرت همایون شاهنشاهی تهران. دستخط تلگرافی ذات مبارک شرف وصول بخشید و پیش از آنچه تصور شود موجب سرافرازی و تشکر گردید. از خداوند سلامتی و طول عمر و موفقیت روزافزون اعلیحضرت همایون شاهنشاهی را همواره آرزو کرده ام و عرض می کنم که هر موفقیتی در هر جا و هر مورد تحصیل شده مرهون توجهات و عنایت ذات اقدس ملوکانه است که همه وقت دولت را تقویت و رهبری فرمودند، به طوری که به وسیله جناب آقای وزیر دربار به عرضه مبارک رسیده روز دوشنبه را به فیلادلفیا و صبح سه‌شنبه به واشنگتن می رود و جریان را از همانجا به پیشگاه مبارک معروض خواهد داشت. اجازه می طلبد یک بار دیگر از عنایت و توجهات خاصه شاهنشاه جوان وقت خود عرض سپاسگزاری نماید. دکتر محمد مصدق. عرض جواب: این عقیده یکی از رجال بود که هر کس از من تصدیق نامه‌ای بگیرد در یکی از روزهای زندگی میتواند از آن استفاده نماید. و روی این عقیده اول خود آن رجل از من تقاضای تصدیق نامه نمود که چون بر حسب معمول تصدیق نامه را مافوقی به مادون میدهد برای اینکه اعمال نیک و کردار پسندیده او را تحسین کند و من هیچ وقت موافق او نبودم که چنین تصدیق نامه‌ای بدهم. شرحی راجع به حسن اخلاق او نوشته برایش فرستادم. حسین مکی هم که هنوز مخالفتش با من آشکار نشده بود به دستور آن رجل از من همین تقاضا را نمود که خودداری کردم. به سرهنگ بزرگمهر وکیل تسخیری من هم گفته بود این کار را بکند که روزی در زندان از من تصدیق نامه خواست که شرحی نوشته دادم و اکنون لازم است دلیل صدور آن را به اطلاع هموطنان عزیز برسانم. چند روز قبل از شروع محاکمه لایحه‌ای در حدود 10 صفحه تنظیم کرده به وی دادم که در اولین لحظه شروع به کار آن را در دادگاه قرائت کند و در صورت لزوم توضیحاتی هم بدهد. دادگاه شروع به کار کرد ولی سرهنگ لایحه را قرائت ننمود و صحبتی هم نکرد و در جواب سؤال من چه شد که لایحه مسکوت ماند اظهار نمود: خواهش میکنم از این به بعد مرا در جریان کارهای دادگاه نگذارید و برای من ایجاد محضور ننمایید. و آن وقت بود که فهمیدم وکیل من مردی است درست، نمیتواند اطاعت از مافوق نکند، نمیخواهد به من خیانت نماید. این بود که لوایح خود را از هر گونه تجاوز مصون داشتم و آنچه روز می نوشتم شب از خود جدا نمی کردم و از این رویه بسیار استفاده کردم و من باب مثال اگر دادستان می دانست که می خواهم راجع به $390,000 که مأمورین دولت آمریکا برای بلوای روز 28 مرداد به کار بردند در دادگاه صحبتی بکنم، تقاضای سری بودن محاکمه را از دادگاه می کرد تا مردم اطلاع حاصل نکنند و ندانند که علت غوغای آن روز پولی بود که بین یک عده اشخاص پست و خائن به مملکت و جهان تقسیم شده بود. در یکی از جلسات دادگاه دادستان چند مرتبه به سرهنگ گفت اکنون نوبت شماست، که سرهنگ اظهاری نکرد و مرتبه آخر که تکرار نمود دیدم سرهنگ بسیار نگران شده و رنگ از رخسارش پریده است که گفتم من احتیاج به دفاع وکیل ندارم و میتوانم به خوبی از خود دفاع نمایم. فلان است، هر کس از من دفاع نماید. که از این بیانات سرهنگ استفاده نمود و تا خاتمه کار در دادگاه صحبت مؤثری بر علیه من نکرد و این سکوت که در عرف ارتش به امتناع از انجام وظیفه تعبیر شده بود سبب شد که بعد از خاتمه کار وی را بازنشسته نمایند. و اما راجع به تلگرافی که من به پیشگاه ملوکانه عرض کرده ام تصور می کنم شاهنشاه هم دارای همان عقیده بودند که آن رجل سیاسی برای گرفتن تصدیق نامه از من داشت، چون که بلافاصله پس از ختم مذاکرات در شورای امنیت
و البته برای اینکه من جوابی عرض کنم و در یک چنین روزی از آن استفاده فرمایند، دستخط بالا بلندی به افتخار من صادر فرمودند که در خانه ام به غارت رفت. چه خوب بود که شاهنشاه آن را هم منتشر فرموده بودند تا خوانندگان از خود سوال کنند آن کس که چنین خدماتی کرده بود چه شد از کار برکنار شد و برای چه خیانتی به 3 سال حبس محکوم گردید و پس از انقضای 3 سال هم چرا باز آزاد نیست و محبوس است. 20. در اواخر سال 1330 بانک بین المللی عمران و توسعه به عنوان میانجی دوستانه برای حل اختلاف موجود دامن همت به کمر زد. در وهله اول احتمال می رفت که در مذاکرات توفیقی حاصل شود و خود مصدق هم با شرایطی که بانک پیشنهاد می کرد موافق بود. ولی مشاورین وی به دلایلی که خود از آن آگاه بودند او را از قبول آنها منصرف کردند و مذاکرات به کلی قطع گردید. عدم موافقت من با پیشنهاد بانک بین المللی از این جهت بود که بانک می‌خواست از روی خدعه و تزویر سندی از دولت ایران در نفع شرکت سابق تحصیل و ملی شدن صنعت نفت را که دولت انگلیس از طرف خود و شرکت صاحب امتیاز شناخته بود بی اثر کند. چون که نتیجه شناسایی این بود که شرکت می توانست خسارتی که تا روز ملی شدن صنعت نفت متوجه آن شده بود در دادگاه ادعا کند، ولی حق نداشت تا روز انقضای قرارداد امتیاز از دولت ایران مطالبه ضرر از منفعت کند. نظر به این که بانک بین المللی عمران و توسعه یک مؤسسه بی‌طرفی به نظر آمده بود، در روزهای اول مذاکرات من راضی شدم که بانک از معادن نفت بهره برداری کند و از این راه عایداتی به دولت برسد تا اختلاف با شرکت به هر طریق که ممکن بود مرتفع بشود. ولی روز آخر که صحبت از تنظیم قرارداد به میان آمد، یکی از نمایندگان بانک اظهار نمود که قرارداد را باید دولت و شرکت سابق نفت هر دو امضا کنند، که چون شرکت به هیچ سمتی حق نداشت خود را وارد موضوع کند و قراردادی به این عنوان که در معادن نفت صاحب حقی است امضا نماید، مورد موافقت من قرار نگرفت و خوب معلوم شد که نمایندگان بانک برای این نیامده بودند که از راه خیرخواهی رفع یک اختلاف کنند، بلکه آمدنشان به ایران از این نظر بود که دولت را اغفال کنند و سندی در نفع شرکت تحصیل و آن را کماکان در همان جایگاهی که داشت مستقر نمایند. این بود که به نماینده بانک گفتم مرا به خیر تو امید نیست، شرم مرسان، و آنها دیگر سخنی نگفتند و رفتند. 21. در دی ماه 1331 مجلس شورای ملی با رضایت من و اکثریت آرا اختیارات مصدق را تمدید نمود. علت رضایت من آن بود که می‌خواستم هر گونه مجال برای اجرای سیاست مثبتی در امر نفت به وی داده شده باشد، ولی متاسفانه مصدق اختیارات مزبور را بیش از پیش برای پیشرفت مقاصد شخصی خود مساعد یافته و به اختناق مطبوعات و توقیف مدیران جراید پرداخت. چون بعضی از نمایندگان مجلس شهامت به خرج داده و با وی مخالفت کرده بودند، به تضعیف قدرت مجلس اقدام نمود و دستور داد طرفداران او جلسات را با عدم حضور خود از رسمیت بیاندازند و به وسیله افراد اوباش طرفدار به ارعاب و تخویف نمایندگان مخالف مبادرت نموده و آنها را در منازل خود و یا در معابر عمومی مورد تهدید قرار داد. عرض جواب: دولت اکثریت داشت و احتیاج نبود که مجلس با رضایت شاهنشاه اختیارات مرا تمدید کند و از این فرمایشات چنین برمی آید که در مملکت مشروطه مجلس قادر نیست کاری انجام دهد مگر با اجازه شاهنشاه. مطبوعات هم در تمام مدت تصدی من آزاد بود و بهترین گواه شماره‌های روزنامه داد است که هرچه مخالفی می‌خواستند می‌نوشت و از طرف دولت تعقیب نمی‌شد. مجلس را هم نمایندگان مخالف دولت از کار میانداختند که در یکی از روزها مجبور شدم آنچه میخواستم در مجلس بگویم در میدان بهارستان به عرض هموطنان برسانم. دولت نه پول در دست داشت نه اعتبار سری در اختیار که برای ارعاب نمایندگان به اوباش بدهد. هر کس هرچه گفته و کرده روی احساسات وطن پرستی بوده است و دولت این جانب یگانه دولتی بود که اعتبار سری نداشت. 22.
شخصی که پیوسته از خطر تنزل ارزش پول مردم را برحذر می‌نمود، خود به چنین امری مبادرت کرد و معادل میلیاردها ریال اسکناس بدون افزایش پشتوانه طلا و یا ارز خارجی انتشار داد. ارز جواب: برای استفاده از پشتوانه اسکناس هیچ وقت طلا یا ارز خارجی در بانک ودیعه نگذاشتند، بلکه از نظر تنزل پول هر چند وقت یک مرتبه پشتوانه موجود را با تسعیر روز قیمت کرده و از مازاد آن استفاده نمودند. تا زمانی که من متصدی کار بودم، حجم اسکناس به 780 میلیون تومان بالغ شده بود که از این مبلغ دولت من در مدتی متجاوز از 2 سال 312 میلیون تومان برای پرداخت اجرت کارگران نفت و حفظ تأسیسات آن استفاده نمود. چنانچه این کار نشده بود، دستگاه نفت طوری متلاشی میشد که بعد قابل استفاده نبود و استفاده من برخلاف قانون نبود، چون که حق داشتم لایحه قانونی تصویب کنم و انتشار آن هم در صلاح مملکت نبود، چون که مخالفین بر علیه دولت تبلیغات می‌کردند و نرخ اجناس ترقی می‌نمود. دولت‌های بعد هم که زیر نظر شاهنشاه انجام وظیفه نموده‌اند، با اینکه عواید نفت داشتند و متجاوز از 1 میلیارد دلار از آمریکا گرفته‌اند، باز در حدود 320 میلیون تومان از پشتوانه اسکناس استفاده نموده‌اند که به تدریج حجم اسکناس به 1100 میلیون تومان بالغ شده است. بجای بسی تعجب است که اعلیحضرت همایون شاهنشاه هیچ از این بابت فرمایشی نفرموده‌اند و به دولت من که برای پرداخت حقوق کارگران و حفاظت دستگاه نفت 312 میلیون تومان استفاده نمود اعتراض فرموده‌اند. 23. فرماندهان نیروهای انتظامی و واحدهای ارتشی را از یاران وفادار خود انتخاب نمود، به کمونیست‌های حزب توده اجازه داد داخل پرانتز و به عقیده عده کثیری آنها را تشویق نمود که در ارتش نفوذ کنند. عرض جواب: قبل از انتصابم به وزارت جنگ با هیچ یک از افراد ارتشی سابقه نداشتم و بعد هم در آن دستگاه یار وفاداری نداشتم که تحت نفوذ من واقع شوند و کوچکترین ارتباطی هم بین من و کمونیست ها نبود و چنانچه بود با تحقیقات و شکنجه هایی که بعد از دستگیری من از یک عده افسران متهم به این مرام شد فاش می گردید و شاهنشاه به نام و نشان این یاران وفادار را به اطلاع عامه می رسانیدند. در آن دوره که من متصدی وزارت جنگ شدم، از پیشگاه شاهنشاهی درخواست کردم 3 نفر از سران سپاه مورد اعتماد خودشان را تعیین فرمایند که امور این وزارت با مشورت از آنان تمام شود. این کار شد و هرچه کردم با موافقت آن عده‌ای بود که شاهنشاه تعیین فرموده بودند. 24. وی حکومت نظامی را تمدید کرد و مجلس شورای ملی را واداشت که یک کمیسیون 7 نفری از اعوان و انصار وی تشکیل دهد تا در طرز محدود ساختن اختیارات من به عنوان فرماندهی کل نیروهای کشور مشورت و اظهار نظر نمایند. کمیسیون مزبور گزارش مفصلی در این باره تهیه نمود و مصدق تقاضا کرد که آن گزارش در مجلس شورا طرح شود، ولی مجلس شورای ملی به این طرح و تقاضای مصدق اعتنایی ننمود و طرفداران سابق او حتی کاشانی در مجلس با رویه وی به هیچ وجه روی موافق نشان ندادند. عرض جواب: من رئیس یک دولت قانونی بودم و با تحریکاتی که دشمنان کشور و عمال آنان می نمودند هرگز نمی توانستم بدون اجرای قانون نظامی در شهر تهران که مرکز فساد است مملکت را اداره کنم و تفاوت یک دولت قانونی با یک دولت قلدری و کودتایی این است که دولت قانونی هیچ کاری برخلاف قانون نمی کند، ولی دولت کودتایی هرچه خواست می کند، مانع و رادعی هم ندارد. بهترین مثال رفتاری است که با خود من بعد از 3 سال خاتمه حبس مجرد که آن هم برخلاف قانون بود نموده‌اند و اکنون متجاوز از 5 سال است که در این ده محبوسم و نمیتوانم از این قلعه خارج شوم. راجع به فرماندهی کل قوا عرض می‌کنم اصل 50 متمم قانون اساسی که میگوید فرماندهی کل قشون بری و بحری با شخص پادشاه است. در حکم اصل 51 است که میگوید اعلان جنگ و عقد صلح با پادشاه است.
و این دو اصل و بعضی اصول دیگر همه یک جنبه تشریفاتی دارند. اگر شاه میتواند با یک دولتی جنگ کند، میتواند فرماندهی کل قشون بری و بحری را هم که مسئولیت آن با دولت و بالخصوص شخص وزیر جنگ است عهده‌دار شود. اگر شاه میتوانست تمام این کارها را بکند، مشروطیت لزوم نداشت. وجود مجلسین زائد است. در مملکت مشروطه شاه تابع رأی مجلسی است که از نمایندگان حقیقی ملت تشکیل می شود. 25. مصدق دیوان عالی کشور را منحل و انتخابات مجلس شورای ملی را متوقف ساخت. و چون بعضی از نمایندگان با شهامت به مخالفت وی برخاسته بودند، اعلام کرد که باید به آراء عمومی مراجعه شود و به وسیله رفراندوم مسئله انحلال مجلس شورای ملی حل گردد. نمایندگان به یاد داشتند که مصدق هنگام گشایش همین دوره مجلس شورای ملی گفته بود که 80% از نمایندگان آن منتخبین حقیقی ملت هستند. در این رفراندوم مصدق که خود را همیشه قهرمان و مدافع انتخابات آزاد قلمداد می‌کرد، کار را طوری ترتیب داده بود که کسانی که با انحلال مجلس موافق بودند رأی خود را در یک صندوق که از حیث رنگ بسیار مشخص بود بریزند و مخالفین رأی خود را در صندوق دیگر بیندازند و همه می‌دانستند که با این ترتیب اگر کسی جرأت کرده و می‌خواست رأی مخالف بدهد بدون تردید مورد ضرب و شتم و اهانت اراذل و اوباش طرفدار مصدق و توده‌ای‌ها که به آنها ملحق شده بودند و تمییز بین این دو دسته دیگر غیر ممکن شده بود قرار می گرفت. نتیجه انجام رفراندوم همان بود که مصدق می خواست، چنان که هیتلر هم پیش از وی همین عمل را انجام داده بود. از مجموع آرا 99% موافق انحلال مجلس شورای ملی بود و در یکی از شهرها که جمعیت آن 3000 نفر است 18000 رأی موافق انحلال مجلس داده بودند. ظاهراً در آن شهر و بسیاری از شهرهای دیگر اموات نیز از گور بیرون آمده و رأی خود را در صندوق ریخته بودند. اما از یک نظر باید گفت که اموات هم در این انتخابات و سایر انتخابات ساختگی مصدق شرکت کرده بودند، زیرا صدها نفر از کسانی که خواسته بودند رأی واقعی بدهند جان خود را از کف داده و به قتل رسیدند. عرض جواب: انکار نمی کنم که در مجلس شورای ملی گفتم 80% از وکلای دوره 17 را مردم انتخاب کرده اند، ولی تضمین نکردم که آنان تغییر عقیده ندهند. به سخنانی که در موقع انتخابات گفتند، وعده هایی که دادند پایدار بمانند. همه می دانند که نمایندگان تهران در آن مجلس نماینده حقیقی ملت بودند. ولی بعضی از آنها به جهاتی که همه می‌دانند پشت به ملت کردند و آلت دست مأمورین استعمار شدند و از این خلف عهد هم سودی نبردند. راجع به رفراندوم جواب فرمایشات در بخش اول و آخر فصل 3 عرض شده است. 26. در طی سالیان دراز که مصدق نمایندگی مجلس شورای ملی را داشت، همواره خود را از طرفداران جدی اصول مشروطیت و اجرای قانون و دولتی که از طرفداری اکثریت نمایندگان برخوردار باشد وانمود می‌کرد و نسبت به حکومت نظامی مخالفت ورزیده و به ستایش انتخابات آزاد و آزادی مطبوعات اهتمام داشت. همین مصدق در طی چند ماه مجلس سنا و عالی ترین مرجع قضایی کشور را منحل نمود و مردم را برای انحلال مجلس شورای ملی برانگیخت. به اختناق مطبوعات اقدام نمود، انتخابات آزاد را از میان برد و حکومت نظامی را تمدید نمود و برای تضعیف اختیاراتی که به موجب اصول مشروطیت به من تفویض شده بود، نهایت کوشش را کرد و قانون اساسی 50 ساله کشور را که به مجاهدت بسیار به دست آمده بود بدین کیفیت زیر پا گذاشت.
با وصف همه این اقدامات مصدق، جز با فراهم ساختن وسایلی برای برانداختن شاه مملکت نمیتوانست به آرزوی خود رسیده و در کشور دیکتاتور مطلق بشود. با آنکه من جان او را نجات داده بودم و در آغاز کار از مساعدت و حمایت من برخوردار بود، باز این نکته برای من واضح بود که از همان روزی که به مقام نخست وزیری رسید، منظورش برانداختن سلسله من است. قراین متعدد این مسئله را تایید می کرد، زیرا او از منسوبین قاجاریه بود و با روی کار آمدن پدرم شدیداً مخالفت کرده و سیاستش این بود هرچه ممکن است سعی کند سلسله پهلوی را بی اعتبار ساخته و ذره ذره موجبات نابودی آن را فراهم کند. اگر از من بپرسند با آنکه از دشمنی وی نسبت به خاندان پهلوی مطلع بودم چرا بر علیه وی اقدامی نکردم، جواب من این است که می‌خواستم به وی فرصت کافی بدهم که به انجام مقاصد و آمال ملی ایرانیان توفیق یابد. هرچه که به میزان تهدیدات او نسبت به سلسله پهلوی افزوده میشد، می‌دیدم مصدق به یک عقیده‌ای که از خارج ایران سرچشمه می‌گرفت بیشتر تسلیم می‌شود و آتشی از تأثر و تأسف در قلبم زبانه می‌کشید. عرض جواب: در انحلال مجلس سنا من کمترین دخالتی نداشتم. مجلس شورای ملی را هم ملت منحل نمود و علت این بود که عده‌ای از نمایندگان تهران، داخل پرانتز نمایندگان جبهه ملی، و بعضی از نمایندگان ولایات که موافق دولت بودند تحت تأثیر عمال سیاست بیگانه قرار گرفتند. دولت را استیضاح نمودند و دولت از دو کار میبایست یکی را انتخاب کند: 1. برای عرض جواب به مجلس حاضر شود و اکثریتی که برای این کار تهیه شده بود دولت را ساقط کند که این کار برخلاف مصالح مملکت بود و هدف ملت از بین می رفت و آن عده نمایندگانی که به هدف عقیده نداشتند چنین استدلال می کردند: مجلسی که نماینده ملت است با رویه دولت مخالف بود و عقیده نداشت کاری که دولت می کند در صلاح و صرفه ملت باشد و چنین عملی 50 سال ملت را به عقب می برد. 2. دولت به مجلس نرود و از حضور در جلسه خودداری کند و نمایندگان هرچه می‌خواستند بگویند. نظر به این که چنین عملی با رویه قانونی من مخالف بود، بقا و سقوط دولت خود را تابع رأی ملت یعنی صاحبان حقیقی مملکت کردم که چنانچه با ابقای دولت موافق است من به کار ادامه دهم و الا دولت دیگری روی کار بیاید و به هر طریقی که صلاح دانست عمل کند. و همه دیدند که دولت با اکثریتی که در تاریخ مشروطیت ایران سابقه نداشت مورد توجه ملت قرار گرفت و دیگر راهی برای سقوط دولت نبود مگر اینکه شاهنشاه تصمیمات جلسه پایگاه آلپ را به موقع اجرا بگذارند و آراء یک ملتی را به هیچ شمرند و دستخط اصل مرا صادر فرمایند. و جا دارد که عرض کنم از شاهنشاهی 2500 سال دم زدن چه آسان، در شاهنشاهی 2500 سال سلطنت کردن چه مشکل. راجع به مطبوعات عرض می کنم در هیچ زمانی جراید کشور مثل ایام تصدی من آزاد نبود و از این چه بیشتر آزادی که وقتی نخست وزیر شدم به اطلاع عموم رسانیدم هر قدر از من و دولت من انتقاد کنند مورد تعقیب قرار نخواهند گرفت و نتیجه این بود اگر انتقاداتی منصفانه می شد دولت رفتار خود را تصحیح می کرد و این در صلاح ملت و دولت هر دو بود و چنانچه انتقادات مغرضانه بود در مردم تأثیر نمی کرد و انتقاد کننده خود رسوا و مفتضح می گردید و آن دسته از جراید که با پول و تشویق عمال بیگانه اداره می شدند هرچه خواستند نوشتند و هیچ وقت تعقیب نشدند و در جامعه هم تأثیر نکرد و بهترین دلیل همان رأیی است که ملت در رفراندوم به دولت داد. راجع به تمدید حکومت نظامی عرض می کنم که قانون حکومت نظامی برای جلوگیری از عملیات عمال محمد علی میرزا از مجلس گذشت و مقصود از تصویب این بود که در مصالح مملکت اعمال شود و مخالفت من با اجرای این قانون قبل از اینکه نخست وزیر بشوم از این جهت بود که بر علیه مصالح مملکت به کار می رفت. قانون حکومت نظامی در حکم حربی است که دوست و دشمن می توانند آن را به کار برند و از آن به نفع و یا به ضرر مملکت استفاده کنند
و بعد از 28 مرداد که دولت کودتا متصدی کار شد احتیاج نداشت از این قانون استفاده کند. هر کس را که خواستند گرفتند و از بین بردند. و اما راجع به اختیارات شاهنشاه، هرچه در این باب عرض کنم تکرار مکررات است. در استبداد شاه هرچه می‌خواست می‌کرد و مشروطه آمد که شاه نتواند هرچه می‌خواهد بکند و چنانچه شاه می‌تواند هرچه خواست بکند. مملکت مشروطه نیست و مجلس لزوم ندارد و من خدا را به شهادت می‌طلبم که هیچ وقت نظری برای برانداختن سلسله پهلوی نداشتم و همیشه خواهان این بودم که اعلیحضرت محمد رضا شاه پهلوی طبق مقررات قانون اساسی سلطنت کنند. نسبت من هم از طرف مادر به سلسله قاجار دلیل نمی شود که من با سلسله پهلوی مخالف باشم. من با خود محمد علی میرزا که ششمین پادشاه سلسله قاجار بود مخالف بودم و با کودتای 3 اسفند 1299 هم از این نظر مخالفت کردم که به دستور سیاست خارجی صورت گرفت و در آن وقت اعلیحضرت شاه فقید شهرتی در مملکت نداشت که من با شخص ایشان مخالفت کرده باشم. و اما اینکه فرموده اند میخواستم به وی داخل پرانتز دکتر مصدق فرصت کافی بدهم که به انجام مقاصد ملی ایرانیان توفیق یابد، باید عرض کنم تصدی من در کار از همان ابتدا برای شاهنشاه ملالت انگیز بود و همیشه میخواستند من و دولتم از بین بروند. پس از تشکیل دولت جمهوری خواه در آمریکا و فوت استالین، ایدن وزیر خارجه انگلیس موقع را مناسب دید که با رئیس جمهور آمریکا وارد مذاکره شود. از این نظر سفری در روزهای آخر اسفند 1331 به آمریکا نمود و مذاکراتش با آیزنهاور به این نتیجه رسید که آزادی ملت ایران با 40% از سهام شرکت نفت به نفع شرکت‌های آمریکایی مبادله شود. و چندی بعد آلن دالس رئیس انتلیجنس سرویس آمریکا مأمور اجرای این تصمیم شد. سپس دستخط عزل من صادر شد و چون به نتیجه نرسید کودتای 28 مرداد به موقع اجرا رسید. 27. راجع به این که فرموده اند من داخل پرانتز دکتر مصدق به یک عقیده‌ای که از خارج ایران سرچشمه می‌گرفت بیشتر تسلیم می‌شدم، عرض جواب: چه خوب بود که می‌فرمودند به کدام یک از سیاست‌ها تسلیم شدم و در مدت زمامداری من کدام یک از دول به نفع خود و ضرر مملکت استفاده کردند. 28. روز 9 اسفند 1331 مصدق به من توصیه کرد که موقتاً از کشور خارج شوم. عرض جواب این قسمت از فرمایشات شاهنشاه در فصل دوم از بخش اول عرض شده است. خاطرات و تعلمات دکتر محمد مصدق. گوینده نسیم. تولید و پخش فایل صوتی کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com 29. در تابستان سال 1332 تغییرات محسوسی در روحیه ملت ایران نسبت به اعمال مصدق آشکار گردید و بسیاری از یاران و پیروان او از اطرافش پراکنده شدند. زیرا متوجه شدند که سیاست ضد خارجی وی جنبه انتخاب یافته و منظور اصلی او آن است که انگلیسی ها را بیرون کند و کمونیست ها را به ایران بکشاند. جریان وقایع مردم را آگاه ساخت که کشورشان با سرعت تمام به سوی اضمحلال سیاسی و اقتصادی می رود. عمل مصدق در انحلال مجلس شورا نیز نتوانست افکار عمومی را که مخالف وی بود خفه کند. روزنامه‌نگاران از تهدیدات اوباش طرفدار مصدق و اعمال حزب توده نه هراسیده سیاست وی را برای مردم تشریح و توجیه می‌کردند. بسیاری از روحانیون و دانشجویان و بازرگانان که قبلا در زمره حامیان مصدق بودند از او رو برگردانیده و علم مخالفت برداشتند، ولی با تمام این احوال واضح بود که برانداختن قطعی وی جز با اعمال قدرت راه دیگری نیست. سیاست آمریکا در طول دوره زمامداری حاکی از این بود که نگرانی آن از اوضاع ایران روزافزون و در اتخاذ طریق مؤثری برای ایجاد ثبات سیاسی و توسعه اقتصادی ایران دچار تردید است.
عرض جواب قسمتی از این فرمایشات در شماره 26 عرض شده و راجع به قسمت دیگر از فرمایشات که می‌فرمایند عمل مصدق در انحلال مجلس شورا نیز نتوانست افکار عمومی را که مخالف وی بود خفه کند. با قسمت دیگر این فرمایشات که می‌فرمایند ولی با تمام احوال واضح بود که برانداختن وی جز با اعمال قدرت راه دیگری نیست. متناقض است. اگر افکار عمومی برخلاف من بود، چه شد؟ متجاوز از 2 میلیون رأی، آن هم فقط در شهرها بر له دولت دادند. چنانچه افکار عمومی با بقای مجلس موافق بود، چه شد که بیش از 100,000 رأی برای ابقای مجلس داده نشد؟ بعضی از ضرب المثل‌ها در زبان ما هست که بیان حقیقت است. مثلا از این ضرب المثل که میگوید حرمت امامزاده با متولی است، مراد این است که هر قدر متولی به امامزاده احترام کند، مردم به امامزاده بیشتر میگروند و نتیجه این میشود که نذر و نیاز کنند و متولی منتفع شود. و این ضرب المثل درباره شاه مملکت نیز صادق است. یعنی هر قدر شاه به ملت خود احترام کند، دول بیگانه از ملت بیشتر حساب میبرند و شاه میتواند در نفع مملکت و ملت کار بکند و حیثیات خود را هم از دست ندهد. در عهد قدیم که عده روشنفکر در مملکت زیاد نبود، سلاطین به علما احترام میگذاشتند و شانه خود را از زیر بار تکلفات خارجی خارج میکردند. و فتوای مرحوم حاج میرزا حسن شیرازی راجع به امتیاز تنباکو یکی از آن موارد است. در عصر جدید که عده روشنفکر در مملکت کم نیست و هر کس میتواند نسبت به مصالح و مزار کشور اظهار عقیده کند، شاهنشاه از این رویه بسیار پسندیده پیروی نفرمودند. فرمان عزل مرا صادر نمودند و صنعت نفت ملی شده را تسلیم سیاست‌های بیگانه فرمودند. در خرداد 1332 آیزنهاور به مصدق اخطار کرد که تا اختلافات حاصله در قضیه نفت حل نشود، ایالات متحده میزان کمک مالی خود را افزایش نخواهد داد، ولی در این حال موافقت کرده بود که کمک مالی به میزان قبل ادامه یابد. در ضمن اصرار کرده بود که کشور ایران باید از رویه عدم استفاده از منابع بزرگ خود عدول نماید و در سال مالی 1331 الی 32 کمک آمریکا مختصری تقلیل یافته و به میزان 22,100,000 دلار تعیین گردید. این موضوع نشان می‌دهد که آمریکایی‌ها با وجود آنکه چندان رغبتی به تأمین خساراتی که اشتباهات مصدق به ایران وارد نموده بود نداشتند، معاذا بیم آن داشتند که قطع کامل کمک مزبور ایران را در آغوش کمونیسم بیاندازد. رویه مصدق نسبت به کمک آمریکا بسیار مضحک بود، زیرا وی در سال 1330 حاضر نشد قرارداد مربوط به کمک آمریکا را طبق رویه‌ای که در سایر کشورها معمول بود با سفیر کبیر آمریکا امضا کند، ولی در عوض طی یادداشتی از رئیس اداره کمک‌های فنی آمریکا در ایران تقاضای ادامه کمک‌های فنی سالیانه را نمود و وی نیز کتباً موافقت کرد و کمک‌های مالی سنواتی به شرحی که در بالا گفتیم ادامه یافت. عرض جواب: پرواضح است که دولت آمریکا مدافع آزادی و استقلال ایران نبود و می‌خواست به عنوان جلوگیری از کمونیسم خود از منافع نفت استفاده کند، همچنان که کرد و آزادی یک ملتی را با 40% از سهام کنسرسیو معاوضه نمود و همین رویه ناپسندیده دول غرب است که بعد از 40 سال نصف جمعیت کره ارض تحت نفوذ کمونیسم واقع شده است. راجع به عدم موافقت خود با قراردادی که اداره اصل 4 تنظیم کرده بود، نظریات خود را در شماره 34 عرض می کنم. 31. در سال 1332 وقتی عده کثیری از یاران وی از اطرافش پراکنده شدند، پی در پی لاف میزد که آمریکا طرفدار رژیم اوست. ضمناً به آمریکایی‌ها اخطار می‌کرد که اگر به او بیش از پیش کمک نکند احتمال دارد که ایران به دام کمونیسم بیفتد، ولی در ضمن نسبت به عملیات توده سیاست مسامحه پیش گرفته و اجازه می‌داد که روز به روز بر قدرت خویش بیفزایند. به نظر من آمریکایی‌ها از این رویه ضد و نقیض کاملاً آگاه بودند.
ولی طبعاً احساس می‌کردند که خود ملت ایران باید مسائل سیاسی کشور خویش را حل کند، چنان که ما نیز همین رویه را عاقبت پیش گرفتیم. عرض جواب: یعنی جلسه ای در پایگاه آلپ سوئیس تشکیل شد و پس از اخذ دستور از آلن دالس رئیس انتلیجنس سرویس آمریکا و تقسیم $390,000 بین اشخاص پست وطن فروش، کودتای 28 مرداد بر علیه ملت ایران صورت گرفت و به موقع اجرا رسید. 32. مصدق در اواخر حکومت خود نیروی زرهی و سایر افرادی را که مأمور حراست منزل وی بود تقویت کرد. ولی در عوض تانک‌های مأمور حراست کاخ ییلاقی سعدآباد را که محل اقامت من و ملک ثریا بود تقلیل داد و در حقیقت 12 تانک متوسط ساخت آمریکا به محافظت منزل او اختصاص یافته بود، در صورتی که کاخ وسیع سعدآباد تنها به وسیله 4 تانک حراست میشد و واضح بود که تاب حملات ناگهانی توده‌ای‌ها را در صورت بروز نخواهد آورد. در اثر این عمل من و همسرم به کاخ خود در رامسر رفتیم و مدتی در عمارتی که پدرم در کنار دریا ساخته بود و چندگاهی هم در عمارت کوچک ییلاقی کلاردشت که شرح زیبایی طبیعی آن سابقاً داده شده اقامت نمودیم. عرض جواب: در این کاخ بیش از حد لزوم محافظین مسلح بود و حزب توده حتی یک تفنگ هم نداشت، تا چه رسد به تانک که بتواند متعرض کاخ سعدآباد شود. و با بودن 4 تانک در این کاخ و عده‌ای سرباز مسلح، پناهندگی شاهنشاه در کلاردشت از ترس یک عده کمونیست بی اسلحه و تانک حاکی از کمال تهور و شهامت بود. پس از 9 اسفند که می‌خواستند مرا مقابل درب کاخ اختصاصی و بعد در خانه خودم از بین ببرند، سرتیپ ریاحی معاون خود را به ریاست ستاد ارتش منصوب نمودم و به او دستور دادم کلیه تانک‌هایی که در کاخ ییلاقی سعدآباد بود حمله شهر کنند و این دستور از این نظر داده شد که روزی این قوا را بر علیه من به کار نبرند. شنبه 24 مرداد بین ساعت 6 و 7 شخص ناشناسی مرا پای تلفن خانه خودم خواست و گفت عده‌ای مأمور شده اند که در این شب کودتا کنند و شما را دستگیر نمایند. 2 اراده تانک هم از سعدآباد به شهر می‌فرستند که در یکی از خیابان‌های نزدیک خانه شما متوقف شود که بلافاصله من سرتیپ ریاحی را که در شمیران اقامت داشت خواستم و دستور تقویت قوای محافظ خانه خود را به او دادم و راجع به 2 اراده تانک هم که گفتند از سعدآباد می‌آید سوال کردم آیا برخلاف دستور در سعدآباد تانکی گذاشته اید که می‌خواهند در این شب از آنها استفاده کنند؟ گفت 4 اراده تانک هنوز در سعدآباد است که به شهر حمله نکرده ایم و آن وقت معلوم شد همین رئیس ستاد ارتش که در زمان تصدی من به این مقام رسید و مورد اعتماد من بود دستور مرا اجرا نکرده بود و آن وقت فهمیدم که من به فرموده شاهنشاه در ارتش چه یاران وفاداری داشتم. 33. در 22 مرداد سال 1333 احکام انفصال مصدق را از مقام نخست وزیری و انتصاب سرلشکر زاهدی را به جای وی امضا نمودم و مأموریت خیلی دقیق ابلاغ احکام را به سرهنگ نعمت الله نصیری فرمانده گارد شاهنشاهی محول نمودم. شرح اتفاقاتی که برای سرهنگ نصیری در انجام این مأموریت پیش آمده بود، حکایت 3 تفنگدار الکساندر دوما را به یاد من می آورد. با این تفاوت که داستان دوما افسانه ای بیش نیست، ولی ماجرای سرهنگ نصیری یکی از وقایع حقیقی تاریخ معاصر است. پس از آن که سرهنگ نصیری از رامسر به کاخ سعدآباد رسید، ابتدا عازم ابلاغ فرمان من به سرلشکر زاهدی گردید. باید این نکته را یادآور شوم که زاهدی از طرفداران نزدیک مصدق و زمانی وزیر داخلی دولت او بود و در اوایل دوران زمامداری رزمارا سمت ریاست کل شهربانی را داشته و در انتخاب مجدد مصدق به نمایندگی مجلس کوشش‌ها کرده بود. زاهدی در آن موقع در نزدیکی‌های تهران بود، ولی جز چند تن از دوستان نزدیکش کسی از محل اقامت وی که هر روز آن را عوض می‌کرد اطلاع نداشت، زیرا او بی‌پروا از عملیات بی‌رویه مصدق انتقاد کرده و یک بار دستگیر شد و پس از آزادی چون تأمین جانی نداشت در مجلس متحص گردیده بود. پس از ترک تحصن ناگزیر بود در خفا به سر برد. عرض جواب:
در دوره 5 و 6 تقنینیه که انتخابات تهران آزاد بود و دولت مثل سایر نقاط کشور در آن دخالتی نکرد، من وارد مجلس شدم و در موقع انتخابات دوره 14 تقنینیه نیز در احمدآباد بودم که به نمایندگی اول تهران انتخاب گردیدم و چه خوب بود. شاهنشاه می‌فرمودند کوشش‌های سرلشکر زاهدی برای انتخاب من در دوره 14 تقنینیه از چه قبیل بود؟ آیا سرلشکر زاهدی رهبر یک حزب سیاسی بود که پیروان حزب طبق نظریات او به من رأی دهند؟ یا اینکه برخلاف دستور در انتخابات شهر تهران دخالت ننمود و مردم به هر کس عقیده داشتند او را به سمت نمایندگی خود انتخاب نمودند؟ 34. ویلیام وارن که از بدو زمامداری مصدق تا چندی پس از سقوط وی رئیس اداری اصل 4 در ایران بود، واقعه‌ای را ذکر کرده است که خصوصیات اخلاقی مصدق را آشکار می‌سازد. بنا به گفته وی، مصدق در بدو زمامداری حاضر به قبول قرارداد اصل 4 و دولت اسبق در مورد عمران روستایی نبود و به خوبی آشکار بود که میل ندارد این اقدام مفید به نام سلف او تمام شود. در نتیجه اصل 4 مجبور شد همان برنامه را طبق قرارداد دیگری که مصدق امضا نمود تا زمان نخست وزیری زاهدی ادامه دهد. سپهبد زاهدی تمام موافقت‌های قبلی از جمله موافقتنامه رزمارا را تنفیذ نمود و معتبر شناخت. شاید افکار آنقدر آرامش یافته باشد که مردم دنیا بتوانند نسبت به کارهای مصدق عادلانه قضاوت کنند. عرض جواب: در قراردادی که اصل 4 تنظیم کرده بود و برای امضای من فرستاد، نکاتی درج شده بود که مغایر با اصل استقلال بود و از مثل من کسی انتظار نداشت که در این باب دقت نکنم و آن را تصحیح نکرده امضا نمایم. چه خوب بود شاهنشاه می‌فرمودند هر دو قرارداد را منتشر کنند تا معلوم شود خودداری من از قرارداد اولی برای چه بود. 35. در هر کشوری اگر رئیس دولت بخواهد منشأ اثر باشد باید رویه مثبتی اتخاذ کند، لیکن مصدق شاید بدون قصد به مردم وطن خود خیانت کرد، زیرا در بدو امر به مردم وعده آینده بهتر و مرفه‌تر داد ولی هرگز به وعده‌های خود وفا نکرد و مردم مدتی با وعده‌های وی به سر بردند، ولی کم کم دریافتند که وعده‌های فریبنده شکم خود و فرزندانشان را سیر نمی‌تواند کرد. به علاوه دیدند که کشور عزیزشان در اثر سوء سیاست در جلوی چشمشان متلاشی می شود و همین مردم عادی و معمولی برخلاف وی دست به شورش زده دستگاه را در هم پیچیدند. عرض جواب: تا آنجا که مربوط به امور داخلی بود رویه منفی نداشتم و از هرچه برای وطنم مفید بود خودداری نکردم و آن را استقبال نمودم. رویه منفی من در مقابل انتظارات دول استعمار بود که می‌خواستند از نفت ایران سوء استفاده کنند و برای ادامه این سوء استفاده تا ابد ملت ایران را از دخالت در امور خود محروم نمایند. آن عده مردم فهمیده وطن پرست همانهایی بودند که با کمال آزادی رأی خود را به بقای دولت دادند و شاهنشاه هم رأی متجاوز از 2 میلیون مردم وطن پرست را ندیده گرفتند و برای آن ارزشی قائل نشدند و آن عده‌ای هم که جمع شدند خانه ام را غارت کردند کسانی بودند که از 390,000 دلار آمریکا هر یک وجه ناچیزی گرفتند و بعد دیدیم که چه پولها گرفتند و در بانک‌ها ودیعه گذاردند. 36. هنگامی که مصدق نخست وزیر بود، زمامداران سایر کشورها یعنی همقطاران وی درآمد نفت کشور خود را صرف توسعه و اجرای برنامه‌های عمرانی و اصلاحات مملکتی می‌کردند. ولی مصدق هیچ کاری انجام نمی‌داد، لیکن لجاجت فطری وی که پیش از آن هم بر همه معلوم بود و حرص شهرت طلبی او به ضرر کشور و خدمتگزاران صدیق آن تمام شد. عرض جواب: تعطیل دستگاه نفت در زمان تصدی من سبب شده بود که مخارج آن دستگاه سربار بودجه دولت شود و چه خوب بود که شاهنشاه می‌فرمودند بعد که از معادن نفت به دولت عایداتی رسید و در حدود 1,100,000,000 دلار هم آمریکا کمک نمود، از این وجوه مملکت برای چه کارهای مهمی استفاده نمود؟
37. بعد از مصدق، توافقی که در حل مسئله نفت به عمل آمد کاملا بر اساس ملی شدن صنعت نفت انجام یافت. گرچه بعضی از طرفداران مصدق منکر این حقیقت شدند، ولی حقیقت آن است که قرارداد ما با کنسرسیوم طبق همان قانون ملی شدن نفت بود که قبل از زمامداری مصدق از تصویب مجلس گذشت و توشیح شده بود. عرض جواب: اگر ملی شدن صنعت نفت این است که شاهنشاه فرموده اند، چه خوب بود ملت ایران به همین فرمایشات شاهنشاه قناعت می‌کرد و تلفاتی نمی‌داد. 38. پس از آن نیز قراردادهای دیگری منعقد کردیم که عصر کاملا جدیدی در روابط بین کشورهای نفتخیز و ممالک مصرف کننده به وجود آورد و چنان که در فصل دیگر به تفصیل ذکر آن خواهد آمد، داشتن قدرت برای آدمی محک آزمایش است. بعضی از آنها که قدرت به دست می‌آورند به مسئولیت اخلاقی که برای صاحب قدرت ایجاد می‌شود پی می‌برند و بزرگتر و عالی قدرتر می‌شوند. برخی دیگر در نتیجه همین کسب قدرت حقیرتر و کوچکتر می‌گردند. وقتی نتیجه سنجیده می شود، می بینیم این مرد آدمی کوچک و حقیر از محک آزمایش بیرون آمده است. هر کشوری در طول حیات خود دچار اشتباه می شود و اگر تجربه‌ای که کشور ما در حکومت مصدق گرفت به ما راه درست اداری کشور را آموخته باشد، باید گفت چنین آزمایشی برای ما بدون ارزش نبوده است. مردم کشور ما هر سال در 28 مرداد به یاد بود روز سقوط مصدق و شکست نیروهای بیگانه که نزدیک بود چراغ استقلال کشور را خاموش کند جشن می‌گیرند و من آرزومندم که درس عبرتی را که آن روز تاریخی به مردم ایران داد هرگز فراموش نکنیم. عرض جواب: تصدیق می کنم که در نتیجه کسب قدرت حقیرتر و کوچکتر شدم، چون که قبلا زندگی مرفهی داشتم و آزاد هم بودم و اکنون آن را از دست داده و از هر گونه آزادی نیز محروم شدم و حق با کسانی است که از قدرت استفاده کرده وجوه سرشاری را در بانک‌های خارج ذخیره نمودند. از فصل 6 کتاب مأموریت برای وطنم. 39. یکی از تضادهای وقایع این است که زمامداری مصدق با سخنرانی‌های شدید و لحنی که علیه خارجیان ایراد می‌کرد و سیاست منفی که در پیش گرفته بود، موجب نفوذ بی‌سابقه انگلیس در کشور ما گردید. و علت آن این بود که سیاست منفی مصدق به مشت زنی ناشی شبیه بود که در اثر هراس کورکورانه مشت گره کرده خود را بدون هدف حوالی حریف می‌کند. و هرگز نیروی ابتکار، یعنی تنها وسیله تفوق و پیروزی بر حریف را به کار نمیبرد. انگلیسی ها عمدن یا به غیر عمد مصدق را وادار کرده بودند که فقط در مقابل عملیاتی که خودشان انجام میدهند عکس العمل پر از هیجان از خود نشان دهد. اما پس از برملا شدن سیاست مصدق و سقوط وی از نخست وزیری، قرارداد جدید نفت در سال 1333 منعقد گردید و فصل تازه‌ای در تاریخ مناسبات ایران و انگلستان افتتاح یافت. به موجب این قرارداد حق دولت ایران بسیار افزایش یافت، ولی مهمترین نتیجه‌ای که از این قرارداد گرفته شد قطع تسلط انحصاری انگلیسی‌ها بر صنایع نفت ایران بود. عرض جواب: معلوم نیست آنچه شاهنشاه نسبت به انگلیسی‌ها داده و فرمودند انگلیسی‌ها عمدن یا به غیر عمد مصدق را وادار کرده بودند که فقط در مقابل عملیاتی که خودشان انجام می‌دهند عکس العمل پر از هیجان نشان دهد را باید قبول نمود، یا آنچه ایدن رئیس الوزرای انگلیس در خاطرات خود گفته و عیناً نقل می‌شود. روزی که من وزارت خارجه را به عهده گرفتم، مناظر یساور اوضاع بدین صورت درآمده بود: از ایران خارج شده بودیم، آبادان را از دست داده بودیم، قدرت و اقتدار ما در خاورمیانه به شدت متزلزل شده بود. در مصر هم وضعیت طوری شده بود که خبر از تغییرات مهمی در آتیه میداد و من میبایست مطالعه کنم و ببینم چطور خود را در مقابل وضعیات قرار دهم و یقین داشتم که قبل از هر چیز باید خود را متوجه سرچشمه این مشکلات یعنی موضوع نفت نمایم. و اما راجع به این که فرمودند حق ایران در قرارداد جدید افزایش یافت، عرض می‌کنم این قرارداد که روی اصل 50-50 منعقد شده به مراتب از قرارداد 50-50 گسگلشاییان که مجلس 15 آن را تصویب نکرد بدتر است. 40.
هنگامی که مصدق و دستیاران وی مانند زنان به ناله و ندبه پرداخته و دیوانه‌وار سخنرانی‌های تند و جنون‌آمیزی بر علیه انگلیسی‌ها ایراد می‌نمودند، بسیاری از میهن پرستان واقعی در بدو امر تصور می‌کردند که آن سخنرانی‌ها مظهر روح ناسیونالیسم است، ولی مرور زمان میهن پرستان را متوجه ساخت که مصدق در حقیقت دروازه‌های کشور را به روی عوامل امپریالیسم گشوده است. سیاست منفی مصدق باعث ایجاد اختلال و آشفتگی عظیم سیاسی و اقتصادی گردید و برای عمال بیگانه فرصت بسیار مساعدی را برای اجرای مقاصدی که داشتند فراهم ساخت و در همان هنگام که پدرم به ریشه‌کن کردن عوامل امپریالیسم در ایران می‌پرداخت، مصدق مشغول تهیه زمینه برای نمو امپریالیسم بود که در موقع خود از بهره برداری آن فروگذار نکردند. در دنیا هیچ عملی برای یک فرد یا یک ملت ایران از این خطرناکتر نیست که اسیر احساسات شخصی و مقهور خودپرستی خیش باشد. وقتی درست دقت کنیم می‌بینیم من بیش از مصدق برای کینه و عناد نسبت به انگلیسی‌ها دلایل موجه داشتم، زیرا مگر نه آن بود که انگلیسی‌ها پدرم را مجبور به ترک سلطنت و کشور کردند؟ مگر آنها نبودند که در جریان جنگ دوم جهانی برای تکمیل تجاوز خودشان ورود روس‌ها را به کشور ما خوش آمد گفتند؟ ولی روزی که مصدق در حرارت احساسات شخصی خیش جوش می‌زد، من به فکر حفظ منابع بزرگ کشور بودم. چنان که سابقاً بیان شد، ناسیونالیسم منفی مصدق نه تنها برای کمونیست‌ها فرصتی که آرزوی آن را داشتند فراهم ساخت، بلکه به عکس آنچه میگفت به انگلیسی‌ها اجازه داد که در سیاست ایران بیش از پیش نفوذ پیدا کنند. اگر رفتار مصدق به ناسیونالیسم تفسیر و تعبیر شود، قطعاً باید اصطلاح تازه‌ای نیز برای ناسیونالیسم حقیقی برگزید. قدر مسلم این است که سیاست مصدق کاملاً منفی بود و هیچ ربطی با ناسیونالیسم مثبت نداشت و بدین جهت به عقیده من برای امتیاز بین رویه منفی مصدق و ناسیونالیستی که مورد علاقه میهن پرستان حقیقی است، اصطلاح ناسیونالیسم مثبت بسیار سودمند خواهد بود. عرض جواب: معلوم شد که از نظر کندن ریشه عوامل امپریالیسم بود که اعلیحضرت شاه فقید امتیاز معادن نفت را تمدید نمود و باز از همین نظر بود که بعد از ملی شدن صنعت نفت و فداکاری‌های ملت ایران، اعلیحضرت همایون محمد رضا شاه آن قرارداد مرده را زنده فرمود. و اما اینکه به من نسبت داده اند دروازه‌های کشور را بر روی عوامل امپریالیسم گشوده‌ام، چه خوب بود که می‌فرمودند کدام امپریالیسم؟ چون که در شماره 4 به تفصیل عرض شد که من با هیچ یک از امپریالیسم‌ها ارتباطی نداشتم. هر چه گفته‌ام، هر چه کرده‌ام تمام روی مصالح ایران بوده است و بس. و راجع به این قسمت از فرمایشات که می‌فرمایند، مگر آنها نبودند که در جریان جنگ دوم جهانی برای تکمیل تجاوز خودشان ورود روس‌ها را به کشور ما خوشایند گفتند؟ باید عرض کنم که در هر جامعه افراد را به دو دسته میتوان تقسیم نمود: مردم خودخواه و نفع پرست و مردم خیرخواه و نوع دوست. چنانچه عده‌ای مرا جزو دسته اول قرار دهند، البته میبایست برای ورود دولت اتحاد جماهیر شوروی در صحنه سیاست ایران اظهار خوشبختی کرده باشم، چون که بعد از خاتمه دوره ششم تقنینیه که دولت در انتخابات تهران هم دخالت نمود و من دیگر به نمایندگی مردم تهران وارد مجلس نشدم، متجاوز از 13 سال اغلب در این ده به سر بردم. با احدی ملاقات نکردم و با هیچ کس مکاتبه ننمودم، البته روی مصالح سیاسی. با این حال اعلیحضرت شاه فقید بدون ذکر هیچ دلیل امر تبعید مرا به بیرجند صادر فرمودند و چنانچه اعلیحضرت محمد رضا شاه از من وساطت نفرموده بودند در همانجا از بین رفته بودم و بعد هم که باز در احمدآباد زیر نظر مأمورین شهربانی بودم، هیچ روز نمیگذشت که نگران یک پیشامدی نباشم که ورود دولت اتحاد جماهیر شوروی در صحنه سیاست ایران سبب شد من و عده‌ای که در تهران و سایر نقاط زندانی بودیم و جانمان در خطر بود آزاد شویم. و رفتار دولت دیکتاتوری با من سبب شد که دخترم در سن 18 سال دچار امراض روحی بشود و معالجاتی که در تهران از او کردند نتیجه ندهد و اکنون متجاوز از 16 سال است که در بیمارستان‌های سوئیس بستری است. چنانچه عده‌ای مردم مرا جزء دسته دوم بدانند و قرار دهند، باز میبایست اظهار خوشبختی کرده و خوش آمد گفته باشم، چون که بعد از تمدید قرارداد دارسی به مدت 32 سال کمتر کسی از مضرات آن اطلاع داشت و اگر هم داشت کجا جرأت میکرد در این باب سخنی اظهار کند.
این تمدید روی یک حساب سرانگشتی که یقین دارم هر کسی قبول می‌کند متجاوز از 1,060,000,000 لیره انگلیسی به ملت ایران ضرر زده است. فرض کنیم این کنسرسیوم مرتکب عملیات خلاف قانونی که شرکت سابق نفت میشد نشود، یعنی از طریق لوله نفت مخفی مقداری نفت سرقت نکند و بیلان تقلبی هم برای استفاده نامشروع خود از عواید نفت تنظیم نکند و عواید نفت همین 100,000,000 لیره در سال باشد که کنسرسیوم قلمداد کرده است. در این صورت چرا باید نصف این عواید را کنسرسیوم ببرد؟ وقتی که دولت کلیه مخارج استخراج را می‌پردازد، باید کلیه عواید خالص را هم خود دولت ببرد و چنانچه این استفاده برای معلومات بعضی از کارشناس‌هاست، دولت باید حق الزحمه آنان را تأدیه کند. همچنان که تاکنون از عهده پرداخت حق کارشناسی بیش از حد لازم عمل کرده است. آمدن کافتارادزه به ایران و درخواست امتیاز نفت از طرف اتحاد جماهیر شوروی سبب شد که من بتوانم در مجلس 14 ضررهایی که از این تمدید به ملت وارد شد با دلیل و برهان ثابت کنم و غیر از این امکان نداشت. چون که اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان مجلس با تصویب شرکت نفت انتخاب و وارد مجلس شده بودند، هرگز اجازه نمیدادند کسی از مضرات تمدید قرارداد در مجلس صحبتی بکند و آگاهی ملت از مضرات این قرارداد سبب شد که شرکت نفت پیشنهاد 50-50 را به دولت بدهد، ولی مجلس 15 از این نظر که این پیشنهاد منافع ملت را تأمین نمی‌کرد آن را تصویب نکرد و کار به جایی رسید که مجلس 16 ملی شدن صنعت نفت را تصویب کند و بعد کار به صورتی خاتمه یافت که همه از آن اطلاع دارند و لازم نیست در این باب اظهار بشود. ملت ایران نه فقط در هر سال 50,000,000 لیره و در مدت 32 سال متجاوز از 1,060,000,000 لیره از این تمدید ضرر می‌کند، بلکه آزادی و استقلال خود را هم از دست داده است، چون که سوء استفاده از امتیاز سبب می‌شود دول استعمار در این مملکت دخالت کنند و ملت نتواند نمایندگان حقیقی خود را به مجلس اعزام کند و دول استعمار هرچه می‌خواهند به نفع خود و ضرر ملت انجام می‌دهند. 41. دومین نکته‌ای که از آن وقایع آموختیم آن است هر کس تحت عنوان ناسیونالیسم تنها به یکی از انواع امپریالیسم حمله کند بدون تأمل باید وی را با دیده شک و تردید نگریست. چنانکه فریاد و خروش مصدق تنها بر علیه دیو مهیب امپریالیسم انگلستان بود. ولی در قسمت اخیر دوره زمامداریش که خود را به افراد حزب توده پیوستگی داده بود، به هیچ وجه حاضر نشد سخنی درباره نوع خطرناکتر امپریالیسم که استعمار سرخ باشد به زبان آورد، بلکه به عمد یا اشتباه سعی داشت که افکار و احساسات عامه را به وسیله توجه دادن مردم به خطر کوچکتر از خطر بزرگتر غافل نماید. عرض جواب: در شماره 4 بی‌غرضی خود را در امور و بی‌طرفی خود را نسبت به سیاست‌های سیاه و سرخ شرح دادم. اگر نفت را از شرکت انگلیس گرفتم، شیلات بحر خزر را هم از تصرف دولت شوروی درآوردم و ملی کردم. همان امتیازی که بر حسب امر شاه فقید 32 سال تمدید گردید و همان قرارداد شیلات که برای شناسایی سلسله پهلوی برای مدت 25 سال تصویب گردید. 42. برخی از مردم فراموش کردند که در تمام دوران زمامداری مصدق حکومت نظامی در ایران برقرار بود و خود این امر تضییقاتی برای مردم کشور فراهم می‌ساخت و تصمیم من همواره بر آن بود که آن را لغو کنم. چنانکه پس از سقوط مصدق نیز حکومت نظامی بدون از شدت افتاده و سپس کاملا ملغا گردید. عرض جواب: نظر به اینکه در زمان تصدی من نمی‌توانستند کسی را برخلاف قانون توقیف کنند، قانون حکومت نظامی اجرا می‌شد. ولی بعد که هر کاری برخلاف قانون صورت می‌گرفت، احتیاج به قانون حکومت نظامی نبود و بهترین دلیل این است که خود من پس از خاتمه 3 سال حبس مجرد در لشکر 2 زرهی اکنون متجاوز از 5 سال است که در قلعه احمدآباد محبوسم. 43. ما در زمان مصدق این اوضاع را با چشم خود در وطن عزیزمان دیدیم و از نزدیک شاهد جریان آن بوده ایم. در زمان وی سرنوشت کشور ما به دست عوامل امپریالیستی جدید افتاد و همین اوضاع نیز در چندین کشور ظهور نمود و متاسفانه به دوران استقلال و آزادی آنها خاتمه داد. عرض جواب: چه خوب بود که می‌فرمودند تا قبل از 25 مرداد امپریالیسم جدید کدام دخالتی در کار این مملکت و چه استفاده‌ای از دولت من نمود.
برکناری من فقط از این نظر بود که ملت به مرام خود نرسد و دول استعمار کماکان از این مملکت سوء استفاده کنند. چنانچه غیر از این بود، صنعت نفت که طبق قانون ملی شده بود و دولت انگلیس هم اصالتاً از طرف خود و وکالتاً از طرف شرکت آن را شناخته بود، میبایست در دست ملت میماند و دولت ایران خود از منابع نفت بهره برداری مینمود. از فصل 7 کتاب مأموریت برای وطنم 44. برنامه 7 ساله اول تقریباً به عدم موفقیت منتهی گشت. زیرا اولاً در طرز اداری آن دقت لازم به عمل نیامده و تهیه کنندگان گزارش توجه لازم و دقیق را در فراهم ساختن تشکیلاتی که بتواند چنین سازشی را بگرداند به عمل نیاورده بودند. از این گذشته به تدریج واضح گردید که گردانیدن سایر تشکیلات دولتی بدون آنکه از عواید نفت مبلغی بدانها اختصاص یابد دشوار است. سهم سازمان برنامه از عواید نفت برخلاف منظور مجلسیان از آنچه مقرر شده بود کمتر گردید، چنانکه در سال 1328 عایدات نفت بالغ بر 38 میلیون دلار به سازمان برنامه پرداخته شد و در سال بعد که عایدات نفت به 45 میلیون دلار بالغ گردید به سازمان برنامه بیش از 31 میلیون دلار نرسید. با وصف آنچه گفته شد، گناه عدم موفقیت برنامه 7 ساله بر عهده مصدق بود. زیرا با رویه‌ای که در مورد نفت پیش گرفته بود، شکست برنامه را مسلم و محرز ساخته و نگذاشت مردم کشور از فوایدی که عایدات نفت کمی بود به تمام کشور برساند بهره مند گردند. عرض جواب: روز 12 اردیبهشت 1330 که من متصدی ریاست دولت شدم، موجودی نقد این سازمان فقط بالغ بر 2600 ریال بود که در فصل اول از بخش دوم داخل پرانتز لایحه دیوان عالی کشور گفته شده و گناه این عدم موفقیت به گردن آن کسی است که برخلاف قانون در امور مملکت دخالت کردند و از این طریق سرمایه هنگفتی به دست آوردند. 45. از فصل 12 از کتاب مأموریت برای وطنم. چنانکه در فصل 5 گفته شد، چند روز پس از ازدواج با ملکه ثریا رزمارا نخست وزیر به قتل رسید و مصدق بر سر کار آمد و نیروهای بیگانه آینده ایران را به مخاطره انداخت. چنانکه ذکر شد، بالاخره به جای سفر ماه عسل اوضاع طوری پیش آمد که من و همسرم از ایران خارج شده و به بغداد و روم مسافرت کردیم. اما این مسافرت به دوره عشرت مصدق و اعوان او که می‌خواستند عروس ملک را در آغوش بکشند پایان بخشید. زیرا در مدت این مسافرت کوتاه که 2.5 سال پس از ازدواج اتفاق افتاده بود، ملت میهن پرست ایران از عواقب سیاست وی آگاه شدند و دستگاه وی و یاران او را سرنگون ساختند. عرض جواب: ملت ایران تا آن درجه که ممکن بود فداکاری نمود و مایل نبود هیچ وقت پای شرکت‌های خارجی در معادن این کشور باز شود و این ملت ایران نبود که دستگاه من و یارانم را سرنگون کرد، بلکه توافق آمریکا و انگلیس راجع به شرکت در امتیاز نفت و تصمیم جلسه سری پایگاه آلپ سوئیس و صدور فرمان عزل من به دست مبارک شاهنشاه بود که به آرزوی ملت ایران خاتمه بخشید. 46. بالاخره در ماه آوریل 1933 قرارداد جدیدی به امضا رسید. مفاد این قرارداد تا حدی مبهم و پیچیده بود، ولی به عقیده من وضع دولت ایران با مقایسه به قرارداد قبل بهبود یافته بود. در این قرارداد مدت امتیاز تا سال 1993 تمدید گردید و این نکته مایه تأسف بود. عرض جواب: جای بسی تأسف است که کودتای 28 مرداد سبب شد امتیازی که طبق قانون ملی شدن صنعت نفت از بین رفته بود با توجهات شاهنشاه تجدید شود و 1 سال هم بر 32 سال سابق بیفزایند. به طور خلاصه قرارداد جدید را کنسرسیوم تنظیم کرد و مجلس شورای ملی هم کورکورانه آن را تصویب نمود. 47. اما به طوری که در فصل 5 ذکر شد، اوضاع کاملا برعکس انتظار ما پیش آمد. شاید این نکته خود مبین خیش باشد که برخلاف رویه پدرم که چندین بار شخصا از آبادان بازدید کرده بود، مصدق هیچگاه فکر مسافرت به مراکز صنعتی نفت را که درباره آنها این همه سخنسرایی می‌کرد به مغز خیش راه نداد. عرض جواب:
بعد از کودتای 3 اسفند در ایران فقط یک سیاست مؤثر بود و شاه فقید هرچه می‌خواست به موقع اجرا می‌گذاشت و جریان کار در مملکت طوری بود که شاه می‌توانست هر کجا که می‌خواست برود و به رتق و فتق امور بپردازد. ولی آن روز که من متصدی کار شدم و صنعت نفت ملی شد، سیاست انگلیس و عمال او با من مخالف شدند و تا می توانستند کارشکنی کردند و دوباره بر علیه من توطئه چیدند. یکی چند روز بعد از تصدی مقام نخست وزیری مقابل درب نخست وزیری بود که من دیگر به خانه نرفتم و مدتی در مجلس متحسن شدم و بعد روز 9 اسفند که مقابل درب کاخ اختصاصی می‌خواستند مرا از بین ببرند و همه دیدند وقتی که عازم دیوان بین‌المللی لاهه شدم از ترس دخالت سیاست خارجی در انتخابات که اکثریتی در مجلس تشکیل دهند و دولت را ساقط کنند جریان انتخابات را متوقف نمودم و در مراجعت از لاهه باز به همین جهات نتوانستم انتخابات را شروع کنم که عده زیادی از حوزه‌های انتخابی در مجلس نماینده نداشتند. 48. اینک به گذشته نظر افکنده ببینیم در دوره زمامداری مصدق از منابع نفت خود چه استفاده کرده ایم. مدتی پیش از آن که مصدق در سر کار آید، یعنی در سال 1328 سازمان برنامه تأسیس یافت و به موجب قانون مربوط به آن شرکت نفت ایران به سرمایه دولت تشکیل گردید تا به عملیات اکتشافی نفت اقدام نماید. وقتی در سال 1330 صنعت نفت را ملی اعلام کردیم، شرکت ملی نفت ایران را تشکیل دادیم و در سال 1332 شرکت نفت ایران به شرکت ملی نفت ایران ملحق گردید. در سال 1330 که مصدق زمامدار شد، شرکت ملی نفت ایران را در اختیار داشت که مشغول کار بود و دارای 8 منطقه نفت و 2 پالایشگاه و 2 دستگاه و خطوط لوله نفت و محل صدور و وسایل حمل و نقل مواد نفتی در داخلی کشور و لوازم اکتشاف و 50,000 تن کارمند و مؤسسات و وسایل رفاه آنها بود. در طول بحران نفت، شرکت ملی نفت ایران در مقابل تمام موانع و مشکلات مناطق نفت و پالایشگاه و مؤسسات فرعی خود را در کمال خوبی حفظ و اداره کرد و کلیه کارمندان و کارگران ایرانی خود را نگهداری نمود. همچنین احتیاجات داخلی نفت را نیز بدون وقفه مرتفع ساخت و این مسئله با توجه به سیاست مصدق که منجر به کمبود فاحش ارز خارجی شده بود اهمیت مخصوصی داشت و در حقیقت هرچند مضیقه اقتصادی شرکت ملی نفت ایران را مجبور ساخته بود که به انواع طرق در هزینه‌ها صرفه‌جویی کند، باز موفق شده بود که وسایل حمل و نقل نفت را در داخل کشور توسعه بخشد. از اقدامات فوق که صرف نظر شود، ترازنامه عمل بسیار تیره و اسفناک بود و باید یک صنعت عظیم را که یکی از مراکز مهم تولید نفت جهانی بود در نظر آوریم که کارش رساندن نفت به داخل کشوری مانند ایران که تازه قدم به راه پیشرفت نهاده منحصر گشته است و بزرگترین پالایشگاه نفت گیتی را پیش چشم آوریم که عاطل و بیکار و بدون حرکت و جنبش افتاده است و آن دستنگی عجیبی را که در اثر آن پیش می آید در ذهن خود متصور سازیم که حتی توانایی اکتشاف و تجسس ذخایر نفتی که آینده صنعت بی وجود آن غیر ممکن بود وجود نداشت. عرض جواب: بدبختی ملت این بود که دول استعمار به الطاف شاهانه مستحضر بودند. چنانچه این امید در آنان به وجود نیامده بود، رویه دیگری که سازش با ملت بود در پیش می گرفتند و برای خرید نفت از ایران حاضر می شدند. اگر بتوانند به صورت ظاهر 50% از عواید را به دولت بدهند، ولی در باطن حساب بسازند و یا از طریق لوله مخفی نفت به خارج حمل نمایند، چرا حاضر شوند از روی کمال صداقت با ملت قرارداد خرید نفت امضا نمایند؟ صبر و حوصله را پیشه کردند و به دست عمال خود مخالفین را از بین بردند و قراردادی که بدتر از قرارداد سابق بود به تصویب مجلس قلابی رسانیدند. 49. از فصل 13 کتاب مأموریت برای وطنم. از لحاظ روانشناسی بعضی اوقات گرفتن از بخشیدن دشوارتر است
و در چند مورد متوجه شدم که بعضی از کشورها که به تازگی استقلال یافته‌اند در اعتراف دریافت کمک‌های خارجی بسیاری حساسند. می‌دانیم که در دوره مصدق حس تنفر کودکانه این نسبت به بیگانگان در نهاد ما ایجاد گردیده بود، ولی روی هم رفته تاریخ طولانی و مستمر این کشور در ما یک سعی صدر و بلوغ فکری به وجود آورده است که برخی از کشورها از آن بهره‌مند نیستند. شاید بی جهت و تنها بر سبیل تصادف یا مجامله نباشد که ایرانیان را ملت متشخص خاورمیانه لقب داده‌اند. وقتی این مسئله کمک خارجی پیش آمد، تصور می‌کنم نشان داده باشیم که می‌توان کمک را با لطف و بزرگمنشی پذیرفت و با هوشمندی و درایت به مصرف رسانید. عرض جواب: ملت متشخص آن است دست گدایی مقابل بیگانگان دراز نکند و هر بیگانه‌ای هم محض رضای خدا کمک به کسی و یا به ملتی نمی کند مگر اینکه بعد بخواهد از اشخاص و یا از آن ملت به هر طریق که میتواند سوء استفاده و یا حسن استفاده نماید. کمک‌هایی را هم که تاکنون کرده اند به جا و به موقع خرج نشده و قسمت مهمی از آن برخلاف هوشمندی و درایت در بانک‌های خارجی تودیع شده است. ضمیمه نامه استوکس به اتلی از کورنوال 14 سپتامبر 1951. از زمانی که در تهران با حقایقی در باب نفت آشنا شدم تا به حال خاطرم سخت مشوش مانده است. یک روز پیش از آن که برای استراحت بروم تشویشم دوچندان شد. چون فرایزر رئیس هیئت مدیره شرکت سابق نفت انگلیس و ایران از دادن نسخه ترازنامه به بهانه اینکه هنوز آن را به نظر اعضای هیئت مدیره نرسانده سرواز زد. شنیده‌ام که در سال 1950 شرکت تقریباً 170 میلیون پوند سود برده و 60% آن از فروش نفت ایران بوده است. سالهاست دریافته‌ام که نفت ایران ارزان‌ترین نفت جهان است. 20 سال پیش خبر داشتم که نفت ایران را میتوان به بهای کمتر از بهای استخراج نفت تگزاس در آمریکا فروخت و سود هم برد. دلیل آن وجود عوامل خاص معرفت الارضی است که شرحش در اینجا لزوم ندارد. بیگمان ایرانیان از این موضوع آگاهند. ترازنامه سال 1949 شرکت نفت انگلیس و ایران 53 میلیون پوند خرج را 81 میلیون پوند به حساب آورده که 27 میلیون آن از بابت تاوان پالشگاه است. ترازنامه کل 72 میلیون پوند خرج را 110 میلیون پوند حساب کرده و در صورت حساب نفتکشا هم 40 میلیون پوند را 50 میلیون به حساب آورده است. هرچند لغو یک طرفه قرارداد را از جانب ایرانیان عمل لغو می‌شمارم، همه اینها دلالت بر این دارد که مطالبه پرداخت غرامت را ایرانیان غرامت دلا پهنا می‌دانند. بنابر مطالب مذکوره فوق چاره ندارم جز آنکه عرض کنم پس از مداقه در موضوع از جمیع جهات می‌بینم که بی‌غور وافی اصرار ورزیده این که ایران پیشنهاد 50% حق امتیاز را که بس ظالمانه است بپذیرد. شاید این ترتیب برای آمریکا بسیار ضروری باشد، اما چنان که در بند دوم این نامه اشارت رفت، چون نفت ایران برای ما بسیار ارزان تمام می‌شود، این ترتیب آنقدرها مهم و ضروری نیست. اگر موفق بشویم که قرار 50% را بقبولانیم، 68 میلیون پوندی را که تقریباً 3/5 170 میلیون پوند است و از فروش 30 میلیون تن نفت ایران سود برده ایم، چه سان حق و حلال بشماریم. پس درباره پیشنهاد 50% حق امتیاز و مطالبه غرامت باید پخته‌تر فکر کنیم. امر دیگری که پریشانم می‌دارد لجاج سفیر ما در ایران است که پا را در یک کفش کرده که با مصدق نمی‌توان گفتگوی کرد. چنین میپندارم که با وی میتوان گفتگوی کرد اگر زبان چموشانی امثال فاطمی داخل پرانتز فاطمی، حسیبی و مهی داخل پرانتز مکی را ببندیم یا دستشان را از کار کوتاه کنیم. دانستن این نکته برای ما بس مهم است که شاه و بیشتر ایرانیان بصیر که من با آنان روبرو شده‌ام معتقدند که با مصدق به از هر کس دیگر میتوان کنار آمد و مصلحت کشورشان هم در این است که ما در این باره بکوشیم. به اعتقاد من گروه معهود ضیا و جرم دیگر به درد نمیخورد و کاری ازش ساخته نیست مگر به پشتیبانی حکومت نظامی که شاه سخت از آن بیزار است.
هرچند ضیا آفتابی شده است، چنین می‌نماید که شاه هنوز حاضر نیست که از او پشتی کند. اکنون خبر پیام مصدق به هریمن را می‌شنویم. اگر هریمن بانگ برآورد که باید از نو با مصدق گفتگوی کنیم، بیچاره خواهیم شد. چه پیوسته قرآن بیده ایم و دم زده ایم که با وی هم کلام نمی‌شویم. حاصل گفته این که شپرد سفیر انگلیس در ایران را قابل اعتنا نمی‌دانم. از پیشنهادها و سخنانش معمولاً بوی جور و جفا و گند دماغی می‌آید. در پایان سخنم معروض می‌دارم که معامله‌ای را که با بار نفت نزدیک به مقصد کرده این هیچ نمی‌پسندم. با حمل نفت از این سوی، یعنی از آبادان، موافقم. اما به نظر من ممانعت از حرکت نفتکش‌هایی که اکنون در خلیج و بصره متوقف است عملی است بسیار پست و برخلاف نظر درم و دینار پرستان نفتی. هر آن کس که بشنود این حرکتمان را حمله بر طبیعت رذل می‌کند. بعدالتحریر. اجازه می‌فرمایید روز جمعه که از محل استراحت باز می‌گردم برای مذاکره هرچه زودتر شرفیاب شوم. ارادتمند دیک چارلز استوکس. این بود نامه استوکس مهردار سلطنتی انگلیس به ماژور اتلی، نخست وزیر دولت کارگر انگلیس، که از نظر خوانندگان گذشت و باید اعتراف کرد در هر مملکت اشخاص عادل و ظالم و منصف و زورگو هر دو یافت می‌شوند و کثرت و قلت هر یک از این دو گروه بسته به اوضاع و احوال و اخلاق جامعه‌ای است که در آنجا هستند و زندگی می‌نمایند. و من باب مثال در انگلستان یکی استوکس است که می‌گوید: پس از مداقه در موضوع از جمیع جهات می‌بینم که بی‌غور وافی اصرار ورزیده این که ایران پیشنهاد 50% حق امتیاز را که بس ظالمانه است بپذیرد. و دیگری ایدن، وزیر خارجه دولت محافظه‌کار انگلیس، که پس از مدتی انتظار به محض اینکه استالین از بین رفت و زمینه زورگویی برای دول استعمار بیشتر فراهم گردید، سفری به آمریکا نمود و رئیس جمهوری آمریکا آیزنهاور را موافق نمود که آزادی یک ملتی را با 40% سهام کنسرسیوم مبادله کند و ای کاش که کنسرسیوم به اجرای همین قرارداد یک طرفی هم قناعت کند و از اعمال شرکت سابق تقلید ننماید. هنوز از خاطره ها محو نشده که شرکت سابق مقدار زیادی از نفت ایران را به وسیله یک لوله‌ای که سرًا بین ایران و عراق برقرار کرده بود سرقت می‌نمود و با تنظیم یک ترازنامه ساختگی که جمله‌ای از آن را استوکس گفته است، مبالغ هنگفتی از پول ملت را اختلاس می‌نمود و اکنون نیز اختلاس می‌کنند. و دلیل قوی برای ادامه این اختلاس حقوق گزافی است که به مستخدمین ایرانی شرکت نفت داده می‌شود و معادل چند برابر حقوقی است که در سال در ادارات به مستخدمین دولت داده می‌شود. و چنانچه یکی از مستخدمین کنسرسیوم را متهم به اختلاس نمود، کمترین ضرر که متوجه او می‌شود حقوق کمی است که در ادارات دیگر دولت به او می‌دهند. و اینکه استوکس گفته شاه و بیشتر از ایرانیان بصیر که من با آنان روبرو شده‌ام معتقدند که با مصدق به از هر کس دیگر میتوان کنار آمد و مصلحت کشورشان هم در این است که ما در این راه بکوشیم بیان حقیقت است. چون که من هر وقت صحبت از نفت به میان آمده گفتم که ملت ایران حاضر است نفت را به حساب خود استخراج کند و به قیمتی که تمام میشود به دولی که احتیاج دارند بفروشد. ولی لوی هندرسون سفیر آمریکا با این پیشنهاد موافقت نکرد و با نظر دولت انگلیس موافقت داشت که خواهان امتیاز بود. مخالفین با امتیاز هم منحصراً به این 3 نفر که استوکس نام برده است نبودند، بلکه عده بیشماری از اعضای جبهه ملی و خارج از جبهه بلندگوی ملت بودند که همه روز صدای او را به سمع عالمیان میرسانیدند. از کار انداختن دکتر حسین فاطمی به دست یکی و رو بودن حسین مکی و تشکیل دادگاه نظامی و محکومیت من و بعضی از سران جبهه ملی از قبیل دکتر سید علی شایگان و مهندس رضوی و تیرباران کردن دکتر حسین فاطمی در لشکر 2 زرهی و عده‌ای دیگر به این عنوان که توده‌ای بودند تأثیری در روحیه ملت ایران نکرد و باز پس از سالها دیدند که ملت همان هدفی را که داشت تکرار کرد و به طور خلاصه قرارداد کنسرسیوم یک خیانت بیین و فاحشی بود که نسبت به ملت ایران صورت گرفت و تا ملت خود از معادن نفت بهره برداری نکند به آزادی و استقلال نخواهد رسید. آن روزی که من و همفکرانم وارد مجلس 16 شدیم تا روزی که ما را دستگیر و تسلیم دادگاه نظامی کردند، غیر از ملی شدن صنعت نفت که موجب آزادی و استقلال ایران میشد هیچ نظری نداشتیم. ولی بعد ما را به این عنوان که میخواستیم اساس حکومت را برهم زنیم محاکمه و محکوم نمودند. و اکنون ماده 317 قانون دادرسی و کیفر ارتش که به استناد آن محکوم شدیم عیناً نقل می شود. هر کسی که مرتکب سوء قصد شود و منظور از آن خواه به هم زدن اساس حکومت یا ترتیب وراثت تخت و تاج و خواه تحریص مردم به مسلح شدن بر ضد قدرت سلطنت باشد محکوم به اعدام است.
دیگر چون حالم خوب نیست و میخواهم دست از کار بکشم، فقط اکتفا میکنم که به قول هموطنان آذربایجانی عزیزم بگویم هیچ دخلوار. آوای بوف یک گروه مردم نهاد است که توسط عده‌ای علاقه‌مند به کتاب با دغدغه ارتقای فرهنگ کتاب و کتابخوانی و استحکام بستر خرد اجتماعی تشکیل شده و تاکنون تولید هزاران کتاب ممنوعه را در کارنامه خود دارد. با توجه به اینکه این گروه وابسته به هیچ سازمان و ارگانی نیست و تمامی فعالیت‌ها به صورت رایگان انجام می‌شود، لطفاً اگر در این رابطه احساس مسئولیت دارید، در معرفی ما به دیگران سهیم باشید. avogabooth.com